نام کتاب حوادثی از نیزار جراحی. ثبت شده توسط خالد. به کوشش قاسم قرداغی. گویش ویدا. ناشر نشر آوای بوف. سال انتشار 1402. تعداد صفحات 140 صفحه. شماره ثبت 978 87 94295 48 2. موضوع سیاسی. تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com سخن ناشر. پس از اعلام افزایش قیمت ناگهانی بنزین از طرف دولت در آبان 98 اعتراضات مردمی آغاز شد و به سرعت در بیش از 100 شهر در سراسر ایران گسترش یافت. این اعتراضات به سرعت در مخالفت با دیکتاتور ایران علی خامنه‌ای و رژیم اسلامی گسترش یافت. مطابق معمول اینترنت و راه‌های ارتباطی در داخل کشور توسط دولت قطع شد که گزارش از جزئیات را تقریباً ناممکن نمود. نیزار ماهشر روایت یک روز خونین در جریان اعتراضهای آبان 98 است. اعتراضاتی که مثل طوفان بزرگ و پرشتاب که 200 شهر کوچک و بزرگ ایران را درنوردید. به روایت عفو بین الملل خشونت و کشتار بی‌سابقه حکومت منجر به کشته شدن دست کم 208 نفر شد و در ماهشر به نقطه اوج خود رسید. طبق برخی از روایت‌ها مانند گزارش نیویورک تایمز بین 40 تا 100 نفر در این شهر کشته شدند. در روزهای نخست تظاهرات در ماهشر، معترضان کنترل بیشتر شهر را به دست آوردند. نیروهای امنیتی رژیم در 25 آبان به ماهشر حمله کردند. همچنین سرکوب اعتراضات از 25 تا 29 آبان در حومه سربندر و جراحی ادامه داشت. به سپاه دستور داده شده بود تا اعتراضات را به هر شکل ممکن خنثی کند. نیروهای سپاه پاسداران وارد شهرک جراحی، حومه شهر ماهشر شدند و به طور نامحدود آغاز به تیراندازی به معترضان با وسایل نقلیه زره‌پوش کردند. این کشتار بیشتر در جاده شهرک‌های ممکو یا بهزد و جراحی یا چمران به سمت ماهشر رخ داد. آمار مشخصی از تعداد قربانیان در دست نیست، ولی گزارش‌ها از کشته شدن ده‌ها معترض حکایت دارند. معترضان که به یک باتلاق اطراف پناه برده بودند، بلافاصله محاصره و به سمت آنها شلیک شد که منجر به کشته شدن 100 نفر گردید. قتل عام جوانانی که در نیزار پناه گرفته بودند به کشتار نیزار معروف شد. کتاب حاضر تلاشی است از طرف نویسنده تا وقایع این رویداد، شرایط آن دوره و علل و عوامل ریشه اعتراضات آن مقطع را در زوایای مختلف به تصویر بکشد. نویسنده که نام خود را خالد انتخاب کرده، با قلم بسیار شیوار، روان و تمیز، تجربیات و مشاهدات خود از شرایط اجتماعی، مردم درگیر با فقر و بیکاری و نبود امکانات اولیه زندگی در جغرافیایی که در زیر خاکش ثروت بی‌حد و اندازه ملی خوابیده، ولی تمامی آن توسط حکومت ملایان صرف تروریسم و کشتار و ناامنی در دنیا می شود را روایت می کند. قلم و روایت کتاب چنان گیراست که لحن نوشتار و ادبیات بزرگان دیار خوزستان مانند احمد محمود را در ذهن خواننده تداعی می کند. قاسم قرداغی، نشر آوای بوف. فصل اول. انقلاب فرصتی لغزان. وقتی که به چشمهای بهت زده و خشمگینم نگاه می کنم، خودم را نمی شناسم. انگار که دشت آرامش نقطه ایست دور که برگشتن به آن ناممکن می نماید. چون همیشه فقط فکر می کردم نزدیکش شدم، همچون سراب، بینام. الو، کجایی؟ یه وقت نری بیرون. اینجا انگار جنگه. صدای رگبار یه لحظه قطع نمیشه. مامان نگرانته. یه وقت نری بیرون. پیشگویی‌های بی‌پایان، آتش زیر خاکستر، آرامش قبل از طوفان. تنها 4 روز بود، ولی انگار رویدادهای 40 سال را مرور می‌کنم. اگر بازتاب 40 سال باشد، پس باید حق داد به نظر بیاید 4 روز 40 سال طول کشیده باشد. اینترنت از همان شب اول قطع شد. روز دوم مسیح تماس گرفت.
جلوی فرمانداری شلوغ شده بود. از انتهای ناحیه 218 دستگاه پیاده به راه افتادم. همان قدم‌های اول متوجه تغییرات شدم. سکوت. نمیدانم واقعاً سکوت غالب بود یا متوهم شده بودم. از دودی که دور تا دور ماهشر و از دور نزدیک سربندر جابجا همچون بیرق‌های سیاه به اهتزاز در آمده بودند. یا آفتاب که نورش چند برابر شده بود. انگار آمده بود تا روی زمین. آفتاب تابستان بود، نه آبان. اما نه، توی کوچه پس کوچه ها تا چشم میدید کسی رد نمیشد. نه ماشینی، نه موتوری، نه حتی تاکسی. سکوت این همه نبودن مضطربم میکرد. باید از خیابان راسته شهرک نشینان، شهرک های کارکنان پتروشیمی میگذشتم. همانهایی که انجمن شاهنامه میخواست برایشان فرهنگ شاهنامه خوانی منطقه را معرفی کند. اکثر ساکنان غیر بومی هستند. 218 دستگاه، فارابی، آتلانتیک، کمپ آ، منتهی به فلکه مستقلات. نیم ساعتی توی راه بودم و 2 برابر راهی که آمده بودم مانده بود تا فرمانداری. موتوری را دیدم، صدایش زدم. 2 دقیقه‌ای رسیدیم. تا پیاده شدم موتور رفت و به سد معبری ها پیوست. خیابان اصلی کنار فرمانداری را بسته بودند. 2 ردیف مأمور زره‌پوش توی خیابان جلوی فرمانداری گارد گرفته بودند. مردم هم کنار دیوار آن سوی خیابان نشسته بودند، ایستاده بودند، سیگار دود می‌کردند. دست‌هایشان را سایبان کرده بودند و زره‌پوش‌ها را می‌پاییدند. مسیح را دیدم، سرگردان توی خیابان، در حد فاصل 2 ردیف زره‌پوش مردد بود کدام سمت برود. دست بلند کردم، متوجهم شد. از معرکه بیرون شدیم. مسیح گفت 2 ساعت پیش شلوغ‌تر بود ولی هیچکی شعاری نمیده. اونا 2 طرف جاده ایستادن و مردم اونجا نشستن و یه عده‌ای راه را بستن. برام خیلی عجیبه. مامورا اینجا ایستادن و مردم هم اونور. از صبح این راه بسته است. شک دارم به همه چی. من میگم اینا هم از خودشونن. اگه معترض واقعی بودن حمله میکردن. 2 دقیقه‌ای همشون رو جمع میکردن. ببین اونا که راه رو بستن میان با مامورا صحبت میکنن. چند دفعه مامورا خواستن راه رو برای چند تا ماشین باز کنن. اونا هم قبول کردن و دوباره راه رو بستن. یه چیز دیگه‌ای هم هست. غیر معاشر هیچ شهری اعتراض نکرده. من میگم همش الکیه. گفتم باز هم خوبه همینقدر نشون دادن اهل عمل هستن خیلی هم عالیه. اصلا فکر میکردم همون دیشب تموم میشه. همش با خودم میگفتم جوگیر شدن بعدش خسته میشن و میرن. مسیح سکوت کرد. برایم حرفها و رفتارش عجیب میآمد. بی خودی میخندید. اینکه عده‌ای راه را بسته بودن برایش مسخره میآمد. مسیح گفت اینا رو ببین یه مش بچه مچه. انگار مسخره بازیه. اومدن زنگ تفریح. نمیدانم خودش را به نفهمی زده بود یا واقعا درک درستی از موقعیت نداشت. با یک نظر میشد فهمید عملا شهر تعطیل شده. از دودی که از جاده کمربندی بالا رفته بود معلوم بود ورودی‌ها و خروجی‌ها را بستند و حالا به داخل شهر هم آمده بودند. هرچی میگفتم با پوزخند به اطراف نگاه میکرد و تلاش میکرد با سوالهای پرت و پلا نشان دهد همه اتفاقها مسخره و سطحی و بچه بازی است. مسیح گفت 4 تا جغله میتونن جلوی مأمورو بایستن؟ اینا خودشون گذاشتن مردم بیان که بگن ما کاری نیستیم و مظلوم نمایی کنن. باید میرفتم. تحمل صحبتهایش را نداشتم. تا ایستاد به جمعیت نگاه کند فاصله گرفتم و سوتکی زدم تا نگاه کرد دستی بلند کردم یعنی من رفتم و منتظر جوابش نشدم و رفتم. نرفتم 218 دستگاه. رفتم فاز 1 خانه پدری. فضای 218 دستگاه برایم قابل تحمل نبود. فقط سکوت بود. خیابان راسته شهرک نشینان از هیاهوی شهر تهی بود. شهرک نشینان توی خانه‌های ویلایی درندشت لمیدن و از تعطیلی اعتصاب و راهبندان لذت میبرند. اندوخته‌های خوراکیشان هم آنقدری هست تا هفته‌ای از خانه بیرون نزنند. اصلا برایشان فرقی نمی کند توی باک اتومبیل‌هایشان با چه قیمتی بنزین بریزن. از مدل اتومبیل‌هایشان مشخص است به کمتر چیز که فکر می‌کنند مبلغی است که باید برای بنزین بپردازند و به تبعش هر چند درصدی که قرار باشد بر قیمت خوراک و پوشاک و لوازم زندگی افزون شود. پدر روی مبل جلوی تلویزیون نشسته بود.
و مادر توی آشپزخانه بادمجان سرخ میکرد و با کفگیر به دیگ میکوبید و ناله میکرد و غر میزد. توی این شرایط نرید بیرون. مثل آب خوردن میکشنتون. هیچی به هیچی. این همه جوون رو بردن سر به نیست کردن چی شد؟ ننه بابا یه عمر بدبختی میکشن با 1000 آرزو بچه بزرگ میکنن تا یه کاره ای بشه. بعد به راحتی باتوم رو میکوبن به سرش و خلاص. هیچی. یه عمر ننه بابا و خواهر و برادر رو به عزاش میشونن. همین شبکه‌های خبری کم نشون میدن. روزانه چند تا عکس و اسم نشون میدن. از اول جنگ همین بوده تا الان. هرچی جوون میکشن خونخوارتر میشن. نه عذاب وجدان دارن نه هیچی. این همه آدم میگن دارید اشتباه میکنید. ما هیچی نمیخوایم، فقط داریم از گشنگی میمیریم. اونا چیکار میکنن؟ هی آدم میکشن. یه لحظه هم شک نمیکنن ممکن اشتباه از ما باشه. اصلا و ابدا. اینا به جوونای خودشون رحم نمیکنن. اینا دوستای خودشون رو خونه نشین کردن. برادر اخبار را از سوپرمارکت می آورد. میگن همش کار خلق عربه. معلوم نیست چی میخواد بشه. چشمهایم برق میزنن. روی پا بند نیست. رفت توی آشپزخانه و چند بادمجان لای نان گذاشت و گفت من میرم سوپری ببینم اوضاع چطوره. پدر تکانی به خودش داد و فریاد زد. جای دیگه ای نری. دوباره توی مبل فرو رفت و نفس کشیده‌ای بیرون داد و گفت پام جون نداره والا رفته بودم. چیزی برای از دست دادن ندارم. هرچی میخواد بشه مثل بقیه میرفتم مینشستم جلوی فرمانداری. هرچی فکرشو میکنم نمیدونم چی میخواد بشه. 3 برابر شدن بنزین یعنی 10 برابر شدن خرج زندگی. والا مردم از کجا بخوان بیارن؟ 30 سال خدمت کردم. 8 سال جنگیدم. حال روزمون چطوریه؟ خوبه یه حقوق بازنشستگی بخور و نمیری داریم. خیلی هستن هیچی ندارن. ولی بابا سعی کن خودت رو قاطی این مسائل نکنی. سرترشون معلوم نیست کی به کیه. تازه چند سالی از رفتی استخدام شدی از کار بیکارت میکنن. 1000 بلا سرت در میارن. وجدان ندارن. نشستن روی گردن مردم و خونشون رو میمکن. براشون هم هیچی مهم نیست. نه دین، نه ملت، نه مردم. هیچ. هرچی هم بری داد بزنی اعتراض کنی فایده نداره. چون دست مردم به هیچ جا بند نیست. هرچی پول و اسلحه است دست خودشونه. 96 چی شد؟ 88 چی شد؟ کوی دانشگاه چی شد؟ کشتار در 60 که دیگه با چشمای خودمون دیدیم. توی آبادان کلی از دوستام رو سلاخی کردن. مردم عادی رو به اسم مجاهدین میگرفتن میبردن. همسایمون 3 تا دختر داشت. اون زمان توی احمدآباد توی فقر و بدبختی جنگ تازه تموم شده بود. هر کی برمیگشت فقط خاک تو سرش میکرد. 3 تا دختر از سر صبح بلند میشدن توی آبادان و خرمشهر میگشتن گونی گونی کتاب میآوردن خونشون. رو حیاطشون پلیت انداخته بودن. یه سقف کاذب. یه سایبون ساختن و دور تا دور حیاط رو ردیف کتاب چیدن. توی گرمای تابستون هنوز خونه‌شون رو درست نکرده بودن ولی کتابخونه را انداختن. در حیاطشون از صبح باز بود تا شب. هر کی هر کتابی دلش می‌خواست میرفت می‌آورد. سر سال سر 3 تاشون رو کردن زیر آب. یه شب ریختن توی خونه‌شون خودشون و کتاباشون رو ریختن توی گونی و رفتن. سر هفته نشده مادرشون سکته کرد و مرد. پدرشون هم رفت. برادر پرید توی خانه گفت میگن پمپ بنزین ناحیه رو آتیش زدن. ولی یه کار مهم دیگه هم میخوان بکنن. میخوان مسیر کارخونه‌ها رو ببندن. ولی اگه این کارو بکنن باور کن جنگ میشه. همه‌شون رو میکشن. تا الان کاری نکردن چون براشون هزینه‌ای نداشته. یه عده توی کمربندی ایستادن. کمربندی مگه چی داره؟ بیابون. یه عده توی بیابون ایستادن. ولی مسیر کارخونه رو ببندن دهنشون سرویس میشه. گناه دارن همه‌شون رو به رگبار میبندن. تحملم تمام شد و زدم بیرون. مسیح تماس گرفت. کجایی؟ بیا پمپ بنزین کوی سعدی. تا رسیدم پمپ بنزین کنار هلال احمر دیدمش. عده‌ای دور هم ایستاده بودن و حرف می زدن. 1000 بار شنیدم. اینجا بلندشن فایده نداره. باید شهرهای بالا بلندشن. به مسیح گفتم میخوام برم سمت پمپ بنزین ناحیه. شنیدم پمپ بنزین رو آتیش زدن. گفت ها بریم ببینیم چه خبره. 2 نفر ایستاده بودن. ورودی پمپ بنزین کوی سعدی و به هر ماشینی که میپیچید به ورودی التماس میکردن. بابا نزنین. لااقل یه امروز بنزین نزنین.
هرچی گرون میشه مردم بیشتر هول میزنن. به یکیشان گفتم شنیدم پمپ بنزین ناحیه رو آتیش زدن. راسته؟ گفت نه بابا این حرفا چیه؟ میخوان مردم رو به هم بریزن. اونجا یه عده‌ای کمربندی رو بستن. بیشتر بچهای زنجیر هستن. راه سرویس‌های شرکت رو بستن. یه عده‌ای هم رفتن کمربندی آخر طالقانی. میگن یه گروه هم آخر امام جمع شدن. به مسیح گفتم پس بیا بریم سمت کمربندی آخر طالقانی. بلوار طالقانی از چهارراه منتهی به ناحیه میرود تا کوی سعدی که ما ایستاده بودیم. فلکه مخابرات، سینما دریا، ماهشهر قدیم و کمربندی هندیجان. فلکه کوی سعدی را رد شدیم. زیر بیلبورد تبلیغاتی چند لباس پلنگی بیخیال نشسته بودند و تسبیح میانداختند و با هم حرف میزدند. مسیح مسیرش را به سمت آنها عوض کرد. به ناچار دنبالش رفتم. با چند قدمی فاصله که فقط بفهمم چه میگوید. مسیح با همهشان دست داد. آنها که تا قبل از حضور ما میگفتند و میخندیدند، اخم کردند. برای دست دادن دستهایشان را با کراهت بالا آوردند. مسیح برای اینکه بتواند دستشان را بگیرد، کامل از کمر خم شد. بعد از خسته نباشید گفتن سوالی پرسید که برق را از چشمانم پراند. میگم چرا این اراذل را جمع نمی کنین؟ تحمل ایستادن و گوش کردن باقی حرفایش را نداشتم. حتی صدایی از پلنگی پوش ها هم در نیامد. دوید دنبالم تا رسید گفتم چه حرفی بود زدی؟ اصلا تو با کی هستی؟ نگرانی چرا مردمو نمیکشن؟ ناراحت نباش. خودشون کارشون رو بلدن. امشب نشه فردا همه رو میکشن. مسیح منمن کنان گفت نه بابا این حرفا چیه؟ آخه این چند روزه میدونی چقدر دزدی و زورگیری زیاد شده؟ همین دیشب 2 کوچه بالاترمون یه پسره رو خف کردن و گوشی و هر چی داشت رو گرفتن. چند جاش رو هم چاقو زدن و فرار کردن. حرفایش برایم دردناکتر می شد. ایستادم و چند نفس عمیق کشیدم. به نظرم همه اتفاقات روشن بود و از اینکه مسیح اینقدر پرت به مسائل نگاه می کرد برایم سخت می شد. اصلا چه جوابی داشتم بدهم؟ گفتم چرا این فکر رو می کنی؟ صدایش را توی دماغش انداخت و 2 دستش را بالا آورد. سعی می کرد نشان دهد حق به جانبش است. ببین اگه توی شهر اغتشاش بشه کی صدمه میبینه؟ مردم عادی، هر کی میاد سوء استفاده میکنه، دزدی میکنه، زورگیری میکنه، دست به هر جنایتی میزنن. مثلا اگه خلق عرب بیاد میشه یکی مثل داعش، میریزن همه رو قتل عام میکنن. توی این شرایط یه مش معتاد و دزد ریختن توی خیابونا و با خیال راحت هر کاری دلشون میخواد میکنن. به راه افتادم. لبخندش بیشتر حرصم را در میآورد. به خیال خودش حق با او بود. گفتم تمام حرفات از بن خرابه. یه سوال ازت دارم. تو میگی از وقتی اغتشاش شده دزدی و زورگیری بیشتر شده. دقیقاً این آمار رو از کجا آوردی؟ مگه اعتصابات از دیشب شروع نشده؟ یعنی هنوز یه روز کامل نگذشته. چطور ممکنه یه دفعه آمار دزدی و زورگیری اینقدر بالا رفته باشه؟ بعد آمارش بین مردم هم پخش شده باشه. مگه دزدی و زورگیری تا 2 روز پیش نبود؟ اصلا چرا دزدی و زورگیری وجود داره؟ همین پلنگی پوشا عامل دزدی و اغتشاش هستن. مگه مردم دلشون درد میکنه بیان بیرون و کشته بشن؟ بیان بیرون و سرشون رو بکنن توی گونی و شکنجه بشن؟ برو ببین توی ناحیه همه توی خونه هاشون نشستن دارن میخورن و میخوابن. هیچ دزد و زورگیری سمتشون نمیره. ککشون هم نمیگزه. بنزین چند درصد اضافه شده؟ تو میگی خلق عرب؟ الان چه کسایی توی اعتصاب هستن و کجا رو بستن؟ کمربندی ها رو بستن. کمربندی ها کجاست؟ محل زندگی حاشیه نشین ها. همون حاشیه نشین های عرب و فقیر که اگه به خلق عرب بپیوندن یا برن دزدی و زورگیری کنن حق دارن، چون دارن توی فقر و بدبختی زندگی میکنن. تو هیچ تصوری از فقر نداری. نمیفهمی یه نفر داره گرسنگی میکشه یعنی چی. خانواده‌هایی هستن که نمیتونی تصور کنی توی سرما و گرما چه شرایطی دارن. بعد شهرک نشین‌ها با ماشین‌های آنچنانی ویراژ میرن و پول سوخت یه شب دور دورشون به اندازه خرج 10 روز خانواده‌های حاشیه نشینه. میتونی بفهمی یعنی چی؟ نفسم بند آمده بود، اما سریعتر پیش رفتم. از دور جمعیت را می دیدم. مسیح هم پا تند کرد و شانه به شانه‌ام پیش آمد.
نگاهش نکردم تا از چهرهش بفهمم به چه چیزهایی فکر می‌کند که اصلاً حرفایم رویش تأثیری داشته یا نه. سنگفرش پیاده‌روها را وسط خیابان خرد کرده بودند. از انبار گاراژهای کمربندی آهن‌پاره و لاستیک‌های فرسوده تلمبار کرده بودند. کلی تخته و کنده وسط فلک ریخته بودند. حتما شب آتش مفصلی روشن می‌کردند. چند ماشین و موتور پشت سد معبر آماده باش ایستاده بودند. بچه‌ها، زنها، مردها روی بلوارها نشسته بودند و فیلم می‌گرفتند. حرف می‌زدند و بلا تکلیف دور و بر را نگاه می‌کردند. هیچ مأمور نیروی انتظامی و زره‌پوشی نبود، ولی وسط جمعیت افراد مشکوکی را میشد تشخیص داد. اردیبهشت 1394 کنسرت مسعود شعاری و حسین علی شاپور، محل اجرا سینما دریا. از یک هفته قبل به دنبال تهیه بلیط بودیم. دقیقاً روز اجرا خبرهایی مبنی بر لغو کنسرت به فرمان امام جمعه ماهشر رسید. بعد خبر رسید همه اخبار شایع بوده و کنسرت برگزار می شود. 1 ساعت قبل از برگزاری کنسرت جلوی سینما حاضر شدیم. بیش از 10 موتور سوار سیاه‌پوش که شلوارهای پلنگی داشتند جلوی سینما ایستاده بودند. آخوندکی در رأس ایستاده بود و عده‌ای با پیراهن‌های گشاد سفید و شلوارهای گشاد خاکستری دورش حلقه زده بودند. ریش تنک و کرکیشان نشان می‌داد سن کمی دارند. مردم برای کنسرت جمع می‌شدند. بین جمعیت عده‌ای با سیاق لباس شخصی‌ها می‌چرخیدند. شلوار پارچه‌ای سیاه یا سرمه‌ای، پیراهن‌های سفید گشاد تا زیر گلو بسته شده و ریش انبوه. نیم ساعتی از زمان کنسرت گذشت و در سینما باز نشد. نماینده فرماندار آمد پادرمیانی کند. آخوندک نه چشم‌های سرخش که پیشانی پینه بسته‌اش ترسناکش کرده بود. انگشت اشاره‌اش را چنان بالا و پایین می‌آورد که احساس می‌کردم اگر شمشیر بود به همین راحتی بالا و پایینش می‌کرد و همه را سر می‌برید. سپاه لباس شخصی‌ها دورشان را گرفته بودند و شعار ولایت و انقلاب سر می‌دادند. غروب شد و وقت نماز آمد. همانجا جلوی سینما فرش کردند. همه لباس شخصی‌های بین جمعیت هم به صف نمازخوان‌ها پیوستند. الان که سر بلوار طالقانی رسیدم، همان افراد لباس شخصی را می‌بینم بین جمعیت می‌چرخند. ریش‌هایشان کمی ضخیم‌تر شده و شکم‌هایشان جلوتر آمده. بین جمعیت می‌چرخم و 1000 بار می‌شنوم. فکر کنم از خودشونن که باهاشون کاری ندارن. آخه ظلمه، مردم گرسنن، نمیدونیم چی کار کنیم. دستمون رو جلوی کی دراز کنیم. نمیدونیم طرف کی رو بگیریم. اونا که همینجوری گرونش کردن و به مردم ظلم میکنن. ولی نمیدونیم اینا کیان. شعار بدیم، شعار ندیم، بایستیم، نایستیم. نه خبری نیست، همین امشبه، اینجوری فایده نداره. هرچه بیشتر می ایستم و حرفا را می شنوم سردرگمتر می شوم. ولی برای مسیح فرق دارد. انگار خونه توی رگ‌هایش جریان پیدا کرده. بازویم را فشار می دهد و می گوید چرا شعار نمیدن؟ چرا هیچکی فحش نمیده؟ دستش را می گیرم و مسیر آمده را بر می گردیم. برایش می گویم توی دی 96 کل کشور بلند شد. ماهشر فقط 1 شب توی فلک اصلی جمع شدن. دیدی چقدر لباس شخصی وسط جمعیت بود؟ توی دی هم همینا بودن. خبرش رسید وقتی همه رفتن خونه هاشون تا صبح نشده کلی آدم رو گرفتن. از توی خونه هاشون کشیدنشون بیرون. همون دیوسا الان وسط جمعیت داشتن میچرخیدن. چشمانش برق میزد. انگار از دیروز تا امروز متحول شده بود. شاید شرایط انقلابی کار خودش را کرده است. مواجه شدن بی پرده و بی واسطه. اما پارادوکس غریبی دارد. همانقدر که سرعت تولید پرسش‌ها بالا می رود، سرعت دست یافتن به پاسخ‌ها هم کاهش می یابد. شرایطی که جای تأمل نمی گذارد. مردم از خانه‌ها بیرون آمدند و با هم دردهایشان را فریاد می زنند. همدردان را می بینند، دلیر می شوند، سوء تفاهم‌ها به کناری گذاشته می شود و خواسته‌های شخصی رنگ می بازند تا به یک هدف برسند. اولین تجربه شور انقلابی در خامی جوانیم روی داد. 2 سالی شده بود در کارخانه پتروشیمی کارگری می کردم. متوجه شدم سرپرست‌ها برای اینکه اضافه حقوق بگیرن، برای اینکه در جلسات قدرت نمایی کنن که فلان کارها را چند ساعت زودتر تمام کردن و یا رکورد زدن تا سمتشان را 4 قبضه حفظ کنن،
و یا پله ترقی برای خود جفت و جور کنند چگونه از کارگرها بهره کشی می کنند. می دیدم که ما کارگرها پله‌هایی هستیم برای به اهتزاز درآوردن پرچم تولید، ولی در نگاه سرپرستان و رئیس‌ها کارگرها همچنان همان پله باقی می‌مانند. تغییری نمی‌کند. هرچه رئیس‌ها پولدارتر می‌شوند، بر جایگاه پله ماندن کارگرها محکم‌تر پا می‌فشارند، به گونه‌ای که تمام قوانین را چنان سختگیرانه می‌چینند که هیچ کارگری نتواند از طبقه‌اش خارج شود. شبی دست به اقدامی انقلابی زدم. وای که چه کودن بودم، ولی از نتیجهش فهمیدم گزاره دشمن من دوست من است تا جهت فاجعه بار است. انقلابی خام دستانه، خام فکرانه که شادی پیروزیش تنها شبی دوام داشت. شیفت شب بود. کارخانه در دست 5 کارگر قرار داشت تا اگر کار ضروری پیش بیاید و در روند تولید خللی ایجاد شود برطرفش کنند. دستگاهی است به نام کوره به ارتفاع 40 متر که 8 تایش کنار هم قرار گرفتند. لوله‌ها، توپ‌ها گاز را به درون کوره‌ها می‌برند تا تحت تأثیر دمای بالای 600 درجه واکنش بدهند و در ساختار گازهای هیدروکربنی تغییر به وجود بیاورند. واردات توپ‌هایی که بتوانند فشار درونی و حرارت بیرونی را تحمل کنند به علت تحریم‌ها قطع شده بود. توپ‌هایی که به کار می‌رفت بسیار ضعیف بودند و هر هفته از 8 کوره 4 کوره از فرایند خارج می‌شد. توپ‌ها می‌ترکیدند. پس به تبع چنین مشکلی کارگرها مدام در حال تعمیر کوره‌ها می‌شوند. شیفت شبی که برای کارهای ضروری گذاشته شده مدام به شکل پروژه‌ای کار می‌کند. سنگینی کار جوانان 30 و چند ساله‌ای که سابقه‌ای نزدیک 10 سال دارند را پر از نقص جسمانی می‌کند. شکستگی مدام دست و پا، دیسک کمر و گردن، دردهای عضلانی. وقتی توپ‌ها پاره شوند، کوره از سرویس خارج می‌شود. بعد از سرد شدن، گروه داربست‌بندی یکی از جدارها را داربست می‌بندد که گروه مکانیک برود و جدار آهنی را باز کند. داربست‌بندها داخل کوره را هم داربست می‌بندند که گروه لوله‌کش صنعتی پایپینگ بروند و توپ‌هایی که تا 40 متر درازا دارند را ببرند. در موقع نصب گروه جوشکار هم ملحق می‌شود. بعد جدار آهنی کوره بسته می‌شود و داربست‌ها جمع می‌شوند و فرایند راه اندازی کوره. در این میان کاری که بعد از اتمام هر عملیات باید انجام شود، ضبط و ربط مکانیک کار در آن انجام شده و تمیزکاری دستگاه پیش از راه اندازی است. هر گروه موظف است ابزار و وسایل کارش را جمع کند. گروه مکانیک آچار و پتک و پیچ و مهره و غیره. گروه داربست‌بندی تخته و لوله‌های داربست و غیره. اما علاوه بر اینها، حین عملیات تعمیرات در کوره‌ها ممکن است بخشی از دیواره داخلی که از آجر نسوز و پشم شیشه پوشیده شده تخریب شود و کف کوره را پر از نخاله کند. شیفت شب بود و می‌خواستند کوره را راه اندازی کنند و کف کوره پر از نخاله بود. سرشیفت تعمیرات آمد و گفت از ما خواستن نیرو بدیم که کف کوره را تمیز کنیم. ولی من گفتم ما گروه مکانیکیم و ربطی به ما نداره. حالا ممکنه کشیک ارشد کارخونه بیاد و باهاتون صحبت کنه. زیر بار نرید. باید برن نظافتچی بیارن. تنها یک فکر توی سرم چرخید. سرشیفت تعمیرات میخواست جلوی کشیک ارشد کارخانه بایستد. سرشیفتی که طی 2 سال گذشته که با هم کار کرده بودیم کمترین پاداش را رد میکرد. اضافه حقوقهایم را درست ثبت نمیکرد. بارها به خاطر درست رفتار نکردن در تقسیم کار مورد انتقاد قرار گرفته بود و هیچ وقت پشت کارگرها را نگرفته بود. هر کم کاری میشد، پشتیبانی که نمیکرد هیچ، زیراب هم میزد. الان حمایت ما را میخواست. فکر انتقام کورم کرده بود. کشیک ارشد کارخانه آمد و درخواست کرد یه امشب را همکاری کنین تا بتونیم کوره را راه اندازی کنیم. پذیرفتم. چهره سرشیفت زرد شد. حرفش را زمین زده بودم. جلوی کشیک ارشد کارخانه ضایع شده بود. با قهر از کارگاه بیرون رفت. با دشمنم دست دوستی دادم. کار را پذیرفتم.
از آن به بعد نظافت کوره به گردن گروه تعمیرات مکانیک افتاد. 5 سال تمام. سرشیفت تعمیرات همچنان سرشیفت تعمیرات ماند. طی 5 سال 6 بار به خاطر تخطی از دستور از کار تعلیق شدم، چون میگفتم نظافت کار ما نیست و آنها میگفتند دیگه گردن شما افتاده. 5 سال به تقاضا همان شب به نظافت کوره پرداختم. پس از 5 سال اعتراض و زد و خورد و تهدید و تعلیق کار نظافت را از دوشمان برداشتند. هیچ وقت شب حادثه از یادم نمی رود. محاسبه‌ای شتاب زده که انقلابم را به گند کشید. مسیح رفت و به جمعیت پیوست. مردم جلوی فرمانداری ایستاده بودند. حصاری از تکاورهای زره‌پوش فاصله مردم با فرمانداری شده بودند. از غرب تا شرق ماهشهر را پیاده رفته و برگشته بودم. کمردرد و زانودرد باعث می شد فکر کنم 2-3 ساعت پیاده روی کردم و داغون شدم. اینا هم مثل من خسته میشن و میرن. اخبار فقط از ماهشهر و 2 شهر دیگر خبر میدهد. تجمعاتی اعتراضی. برایم حتمی می شود امشب همه چیز تمام می شود. حوالی 10 صبح از خواب بیدار می شوم. تا خودم را جمع جور کنم 11 می شود و می زنم بیرون. توده های دود از اطراف شهر بلند است. آنان که کمربندی ها را گرفته بودند خسته نشده بودند. تا صبح لاستیک آتش زده بودند. به چند نفری زنگ می زنم خبری بگیرم. قطعی اینترنت ادامه دارد و وصل نمی شود. مدارس را تعطیل کردند. دلیل تعطیلی مدارس بارندگی و آب گرفتگی اعلام شده. جلوی فرمانداری جمعن. گارد زره‌پوش جلوی دروازه فرمانداری را گرفته. صدای زنی را میشنوم. اینجوری پوشیدن که یعنی بترسیم. پوزخند چسبیده به کلماتش دلم را خنک می کند. اما هنوز زمزمه ها پیش گوشم وزوز می کنند. فکر کنم از خودشونن چون اصلا هیچ واکنشی ندارن. ولی بازم خوبه 3 روز اومدن بیرون. مگه همین 2 سال پیش نبود چطوری مردم رو ترکوندن؟ اینا رحم ندارن. گوش به گوش می رسد. برید تا بعد از ظهر. جمعیت پراکنده می شود. اخبار جز از ماهشهر و 2 شهر دیگر که تجمعاتی داشتند خبری ندارد. زودتر از همیشه شب می شود و سرد. قسمتی از چراغ‌های بلوارها خاموش شده. توی خیابان‌ها پاره سنگ ریختند. غلظت بو و دود لاستیک سوخته در شهر بیشتر می شود. شب 3 هم رسیده و مردم پافشاری کردند بر بستن راه‌ها. این بار حرف‌های 1000 باره دیگری می شنوم. حالا یه عده باش سوء استفاده می کنن. اینا که انقدر منظم دارن کار میکنن و کمربندی ها رو مرتب نگه داشتن نمیتونن مردم عادی باشن. اینا حتما الهوازی و خلق عرب هستن. آخه هیچ جا غیر از ماهشهر بلند نشدن. ناگهان همه چیز عوض می شود. خبر می رسد شهرهای بیشتری در سراسر ایران بلند شدند و لحظه به لحظه به تعدادشان افزوده می شود. الان که همه بلند شدن منتظرم کسی حرف بی ربطی بزند تا خبر را بزنم توی دهنش. خلق عرب توی یزد و اصفهان و کرج و بوشهر و آذربایجان و کردستان و بوکان و بیش از 100 منطقه دیگر نیستند. اینها خلق گرسنه‌اند. حوادثی از نیزار جراحی ثبت شده توسط خالد. گویش ویدا. تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. فصل 2. داریم به خاطر خونهای ریخته شده دق می‌کنیم. برای لاری و مادر بزرگش. با نهایت سرعت به غلظتی پرتاب شدم. حال هرگز نمیتوانم از آن بیرون بیایم. از بس حرکت نمی کنم توهم حرکت به سرم میزند. مثل برگی روی برکه بی حرکت اما گذران. بی نام. شیوه عزاداری زن عرب. می رود وسط کوچه دستهایش را رو به آسمان می گیرد و هرچه جیغ دارد می کشد. زانو می زند و سر بر زمین می گذارد و عبایش چون خیمه‌ای تا اندازه‌ای که وسعتش اجازه دهد پهن می شود و نیمی از بدنش از زیر خیمه بیرون می زند. وقتی شانه‌هایش می لرزد نحیفی جثه و بی‌پناهی‌اش نمایان می شود. زنی از همسایگی به سویش می رود و رو به آسمان جیغ می کشد.
زن سوگوار هم صدایی می‌یابد. جان نزارش را چنگ می‌زند و با همسایه شیون می‌کنند و بر صورت ناخن می‌کشند. زجه پژواک می‌گیرد و زنان بیشتری می‌آیند. زنان ورودشان را با ناخن کشیدن و فغان اعلام می‌کنند. خیمه‌های زنان در هم فرو می‌روند. حال اگر جوانی از دست رفته باشد کل می‌کشند و یزله می‌کنند. حال اگر همه‌شان با هم جوانانشان را از دست داده باشند. منظره‌ای که شرحش رفت چه حس و حالی برای بیننده ایجاد می‌کند. اگر مسبب ایجاد این همه زاری ببیند که چه کرده، چه حسی درش به وجود می‌آید. اینستاگرام پر شد از تصاویر و فیلم‌های 1 دقیقه‌ای مشابه. صفحه زینو نوه ام علا را پیگیری می‌کنم. از وقتی برادرش رفت و دیگر به خانه باز نگشت، این صفحه را راه انداخته. زیر فیلم‌های کوتاهش متن‌های کوتاهی هم نگاشته. عزاداری‌ها، مویه‌های تنهایی، کوچه خلوت و تاریک، سکوت جمعی خانواده، افق با غروب و افق بی غروب که تنها جایی هستند برای خیره شدن و غرق شدن. زینو نوه ام علا فیلم گرفته بود. زیرش نوشته بود وقتی خبر آمد جنازه حسون توی نیزار جراحی افتاده، علا و زنش بر سر کوبیدن و زانو زدن. بهت نمیگذاشت اشکشان در بیاید، اما ام علا نتوانست توی خانه بماند. رفت وسط کوچه زانو زد و جیغ کشید. دقیقه از جیغ کشیدنش نگذشت که زنان کوچه دورش حلقه شدند. نیامده بودند به ام علا دلداری بدهند. آمده بودند بگویند همدردند، بگویند آنها هم فرزندی، شوهری، خواهری از دست دادند. بردنشان یا کشتنشان. پنجه بر گونه کشیدن. عبای سیاهشان را روی صورتشان کشیدن. به هم نزدیک شدند و وسعت کوچه را خیمه‌ای لرزان و گریان پوشاند. زجه مویه شد. میان سیاهی‌ها مویه‌ها خواندند. فیلمی که از این منظره گرفته شده سراسر لرزان است و صدای حقحق زینو را هم ضبط کرده. یاد تصویری افتادم که چند کودک در جاده‌ای به حال گریه می‌دویدند و نظامی‌ها احاطه‌شان کرده بودند. دوردست صحنه از دود سیاهی پوشیده شده بود. فکر می‌کردم عکس مربوط به انفجارهای بمب اتمی در ژاپن باشد. جستجو کردم. عکس‌های جنگی که جهان را تغییر داد. امکان ندارد تغییر داده باشد. اگر تغییر داده بود که دنیای کنونی چنین نبود. نه، اشتباه می‌کردم. عکس مربوط به انداختن بمب‌های آتش‌زا در ویتنام بود. دختر بچه وسط عکس برهنه است و زنده زنده در حال سوختن. نه، این عکس هیچ تغییری در روند فاجعه آفرینی بشر به وجود نیاورد، اما سندی است انکارناپذیر از خوی جنایت پیشه بشر. اصلاً اهمیتی ندارد. این عکس را به اشتباه مربوط به انفجار بمب اتمی در ژاپن دانستم یا الان که فهمیدم کار بمب آتش‌زا در ویتنام است. گریه‌های کودکانی که زنده زنده می‌سوزند و در کنارشان نظامی‌های بیخیال سلانه سلانه جاده را گز می‌کنند، کافی است به هولناکی جنایت پیش آمده پی برد و درد و حسرت را عمیقاً احساس کرد. چادر سیاه ام علا و زنان کوره‌ها و صدای زجه‌هاشان برگی از اسناد جنایت جمهوری اسلامی است و حتما درد در رگانم جریان می‌یابد. پست بعدی فیلمی است از تاریکی کوچه خاکی که با هر نفس زینو کمی بالا و پایین می‌شود. صدای فیروز را تشخیص می‌دهم. دور تا انتهای کوچه چراغ‌های تیرهای برق نور زرد کمرمقی می‌افشانند. اکثر دیوارهای خانه‌ها از بلوک‌های سیمانی ساخته شده و کنار دیوارها جا به جا خرواری از خاک و سنگ و پلاستیک ریخته شده و چشمه فاضلاب زیر تیرک سوم باطلاقی ساخته. من دمله ولد حمله فوق یدها اتفوت مدینتی قندیلها. از خون پسری که بر دستانش تشییع می‌شد شهر من چلچراغ‌هایش را خاموش کرد. زیر پست نوشته بود انگار باید حتما شب می‌شد که چادرهای سیاه بوزند به خانه‌هاشان. سیاهی شب در کوچه گسترده شد. سیاهی ماتم. پست بعدی تصویری از درون خانه بود. مرد کنار در نشسته با یک دستش لای در را گرفته و دست دیگرش سیگاری لای 2 انگشت اشاره و وسطی نگه داشته
و 3 انگشت کوچک و انگشتری و 60 انگشت‌های پایش را می‌فشارند. رو به لای در گردن کشیده انگار بخواهد دود سیگار را بیرون بدمد. در زیر سیگاری کپه‌ای ته سیگار چپانده شده. هر دو زن توی عکس شال بر سر پیچاندن. نمیدانم چه دلیلی دارد. توی خانه به نظر نمی آید تعمدی وجود داشته باشد. عکس‌ها و فیلم‌های صفحه زینو ریاکاری ندارد. اصلاً چه دلیلی دارد نقش بازی کنند؟ معلوم است توی حال خودشان نیستند. زن پیر که حتما ام علا است همان لباسهای توی فیلم‌های قبلی را پوشیده، البته بدون عبا، سرتاپا سیاه پوش، شال پیچیده روی سرش انگار به لباسش دوخته شده و سرتاپا بودنش را تأیید می‌کند. ماکسی سیاه با گل‌های ریز زرد، چنان ریز و دور افتاده از هم بر بستر نرم پارچه کدری که انگار وجود ندارند. شال را چنان دور سر محکم بسته که قبقب و چانه و لب پایینی و بینیش بیرون زده. بزرگی اجزای چهرش نسبتی به نحیفی بدن در هم فرو رفتش ندارد. گنجشک باران خورده ای را میمانست. 4 زانو نشسته و انگشت‌های 2 دستش را در هم فرو کرده و میان پایش گذاشته و خم کمرش آنقدر بود که وجبی تا زانوهایش فاصله نداشت. خیره شده به انگشت‌های در هم گره کرده‌اش. زن جوانتر پرتر بود، با همان پوشش ام علا، شال پیچانده شده دور سر، ماکسی سیاه با گل‌های ریز سفید و زرد دوخته شده با پارچه کدری. 4 زانو نشسته بود و قوس کمرش سر را تا نزدیک زانو پایین آورده بود و انگشت‌هایش داشتند نخ‌های ریش ریش حاشیه قالی را چنگ می‌زدند. تلویزیون داشته شبکه BBC را پخش می‌کرده. مجری روبروی 2 کارشناس نشسته و روی دیوار کنارش 2 مانیتور بود که تصویر 2 نفر دیگر را نشان میداد. 2 کارشناس توی استودیو به مجری خیره شدند و 2 کارشناس توی مانیتور که ذیلی از استودیو بودند به اتاق که 2 زن و 1 مرد نشستند خیره شدند. زیر عکس نوشته شده بود: زینو جان گرفته بود و فریاد میزد: ببین امی، فیلمی که ازت گرفتم رو همه رسانه‌ها پخش کردن. ام علا انگشتان استخوانی را بر گودی چشم‌ها گذاشت و گفت: حالا چی میشه؟ زینو گفت: از وقتی اینترنت وصل شده کلی فیلم ارسال شده. ام علا دست دیگرش را آرام روی زانویش میزد. حالا چی میشه؟ چشم‌های زینو می‌درخشید. انگشتش را روی صفحه موبایل می‌کشید. حالا همه دنیا می‌فهمه اینجا چه اتفاقی افتاده. رگ آبی روی دست ام علا لای چین و چروک و رنگدانه‌های سیاه و قهوه‌ای بیرمق شده بود. حالا چی میشه؟ یعنی حسونم رو بهم میدن؟ شبکه‌های خبری فارسی زبان خارجی خبرهایی از نیزار را پخش می‌کنند. فیلم‌های ارسالی از کوره‌ها، جراحی، زنجیر. زینو میگوید: نگاه امی، ببین چی میگن. کل دنیا این جنایت‌ها را محکوم کردن. ام علا سر بلند کرد. با لرزشی خفیف و غیر ارادی چپ و راست میشد. یعنی انتقام خون حسونم رو میگیرن؟ علا سیگاری آتش زد. تلویزیون را خاموش کرد. در را باز کرد که برود توی کوچه سیگارش را دود کند. برگشت و گفت: نه، فقط محکوم میکنن. محدودیت اینستاگرام در به اشتراک گذاری. تنها می شود 10 عکس یا فیلم های 1 دقیقه‌ای را در یک پست گنجاند. هر 10 عکس از ام علاست. ام علا در هر 10 عکس فقط یک حالت دارد. 4 زانو نشسته، انگشت‌ها در هم فرو رفته، کمر خمیده و خیره به گره انگشت‌ها. فقط فضای پیرامونش عوض می شود. توی هال، توی راهرو، توی اتاق، روی تشک، توی حیاط، کنار در. روز، شب، نمای دور، نمای نزدیک، خواه کسی باشد یا نباشد. زیر پست نوشته شده: از وقتی خبر کشته شدن حسون را شنیده ناله‌اش قطع نمی شود. مویه، مویه، مویه. در پست بعدی هم 10 عکس دیگر ارسال شده. درازا و پهنای کوچه پر از زنهای سیاه پوش. کف کوچه نشسته و خاک بر سر می ریزند. هیچ دست و چهره‌ای پیدا نیست. فقط خیمه‌های سیاه که در هم فرو رفتند. عده‌ای ایستادند و سینه می‌زنند. عده‌ای نشستند و ناخن بر گونه می‌کشند. یزله می‌کنند. بر سر می‌زنند. تنها زنان هستند.
زنان سیاه‌پوش که شالهاشان دور تا دور چهره به خون نشستهشان را پیچانده. عکس‌ها چنان گرفته شده که پیداست فقط قصد داشته آنچه شاهدش است را ثبت کند. کنار دیوارها یا پشت تیر چراغ برق‌ها یا روی پشت بام‌ها یا تا دور تا انتهای کوچه منتهی به بیابان هیچ مرد و کودکی نیست. فقط زنان پیر و جوان. دختران جوان خون به گونه دارند. پیشانی بلندشان از خاک و عرق در گل نشسته، اما چشم‌های اشکبارشان و ابروهایشان سرشار از خشم است. از حالت دهانشان پیداست که جیغ نمی‌کشند، فریاد می‌زنند. زنان میانسال که حتما شوهری یا فرزندی را از دست دادن، گونه‌هاشان بی‌تاب‌تر است و شیار عمیق‌تری بر جان خویش حس می‌کنند. چشم‌هاشان، ابروهای بیحالشان حیران سرگردانند. دست‌های مشت کردهشان جز عبای سیاهشان را نمی‌تواند بفشارد. لب‌هاشان به هم فشرده یا برای حقحقی باز می‌شود. پیرزن‌ها اما زانو زده بر خاکند. جیغ‌ها همه از گلوی آنها آواز می‌شود. چروکی که گذر سالها بر گونه‌های خشکشان انداخته از هر ناخنی برنده‌تر است. آنها می‌آیند تا میانه میدان و پا سفت می‌کنند بر جیغ‌های مکررشان تا جمعیت زنان پایدار بماند. آنان می‌دانند جیغ‌هایشان خونی است که در رگ جمعیت می‌گردد و ماندگاریشان را حیات می‌بخشد. جیغ‌های بی‌پروایشان برای خاطر از دست رفتن پدرانشان است، از دست رفتن برادرانشان، از دست رفتن فرزندانشان، از دست رفتن نوه‌هایشان، از دست رفتن همسایه‌هایشان، از دست رفتن جوانهایشان. جیغی که برای از دست رفتن حسونها می‌کشند، حتما برای خودنمایی است، حتما برای اعلام جنگ است، حتما بر سر سرزمین است، حتما ابراز بغض و کینه است نسبت به تک تک گلوله‌هایی که شلیک شد، که از طرف خدا فرمانش صادر شده، که از طرف پول فرمانش صادر شده، که از طرف هر عاملی که در خدمت جمهوری اسلامی است صادر شده. جیغی که برای از دست رفتن حسونها میکشند حتما داغی است که بر دلشان نشسته، داغی تازه بر داغ‌های کهن. زینو زیر عکس‌ها نوشته بود نفس کم می‌آورد. میرفت بیرون وسط خیابان مینشست و زار میزد و همه زنهای محل دورش جمع میشدند و جیغ میکشیدند و خاک بر سر میریختند. از فردای شبی که دوشکا و تیربار روی کوره ها گرفتند، همه در خانه ها خود را حبس کردند. اما ام علا دلش طاقت نداشت. اگر زجه نمیزد، اگر دردش را بیرون نمیریخت، جگرش میترکید. از وقتی سکوت مرگ بر کوره ها نشسته، تنها پژواک شیون ام علا گلوی کوچه پس کوچه ها را خراش میدهد. زنها دلشان لرزید. شیون هم نوا میخواست. زنها هم نوایشان را دریافتند. گرد ام علا گشتند و کل کشیدند برای جوانهایشان. در پست بعد هم 10 عکس منتشر شده. وسط حیاط چند گلدان شکسته. کله مرغی فرو ریخته و مرغ و خروس و جوجه‌ها بر آوار کلهشان نشستند. حیاط کوچک را دیوارهای آجری احاطه کردند که از پایین تا میانش بر اثر رطوبت و شوری زمین پوسیدند و لک خیسی و شوره برش نقش بسته. حیاط آنقدر فقیرانه هست که دیگر بیشتر از این نمیتوانستند به همش بریزند. در بزرگ آهنی از جا کنده شده و تکه به دیوار داده. دیوار آنقدر سست بوده که نتوانسته در را نگه دارد. کفش و دمپایی‌های فرسوده و نیمه پاره در حیاط پخش و پلا شدند. چشمهایم را می‌بندم و سعی می‌کنم عکس‌ها به یاد بیاورم و حس آن لحظه را دریابم. وقتی وارد خانه شدن واقعا نمی‌دانم چرا شرمشان نیامده. دیوارهای خالی، تنها نقش حک شده برشان نقش فرسودگی و نم و شوره است که گچ را پف دادن و دیوار را شکم. جز موکت که رویش قالیچه‌ای انداخته بودند و چند پشتی و تلویزیونی که بر صندوقچه‌ای گذاشته شده، دیگر اساسی دیده نمی شود. قالیچه را گوشه‌ای انداخته
و موکد را کنده و مچاله کرده بودند. پشتیها را روی هم ریخته بودند. رد گلالود پوتینها، توی اتاق، توی آشپزخانه. رخت خوابها به هم ریخته و چند کاسه و بشقاب و دیگ رویی پخش زمین شده و دیوارها که امانی از شوره و رطوبت زمین نداشتند، ورمی زرد و سیاه و خاکستری و سفید. رد پوتینهای گلالود توی همان 4 دیگ رویی و چند ملحفه سفید گلدار فرسوده نمایان بود. زیر عکس نوشته شده: دشخیم احساس خطر کرده، اما به راحتی میدان را خالی نمی‌گذارد. تا آخرین صداها را نکشد نمی‌رود. از هیچ صدایی جز صدای خودش خوشش نمی‌آید. 4 صبح حمله کردند. با صدایی مانند انفجار شروع شد. تا از شوک صدا و گیجی خواب بیداری در بیاییم، دیدیم عده‌ای نظامی توی خانه می‌گردند و در حال ریخت و پاشند و علا را وسط حیاط کشیدند و 3-4 نفری لگد کوبش می‌کنند. هرچه جیغ زدیم، هرچه توی سر زدیم، هرچه به سینه کوبیدیم، تا مادر تهدید کرد لباسش را پاره می‌کند و لخت می‌شود ولش نکردند. سربازها احاطه امان کرده بودند و اساسهامان را به هم می‌ریختند. اعلی کف حیاط افتاده بود و چند نفری بالای سرش رژه می‌رفتند. آنقدر دعیوس هستند که بدانند چطور مردم را زجر بدهند. در حیاط روی زمین افتاده بود و دندانهای آهنی لنگکروس از دهنه بیدر حیاط داخل شده بود. هیچ کدام اهمیتی ندارد. اصلا سقف را روی سرمان آوار کنند. این خانه که خودش ویران بود. چه زجری بالاتر از این که ببینی روی بازوها و انگشتان پدرت رژه می روند و او هم ببیند مادر و زن و دخترش زیر نگاهها و لوله های اسلحه هایی نشستند که نانش را بریده، که پسرش را کشتند، که امکان ندارد با آنها رحمی بکنند. علا ناگهان کل کشید و از سد دشخیم گذشت و چون کبوتری اعلی را زیر بال خود کشید. لنگکروس‌های مسلح به دوشگاه توی کوچه ها می چرخیدند و به جامانده ها را جمع می کردند. داغ بر داغ می افزودند تا خفقان را شدیدتر کنند. خانه اعلی را محاصره کردند. سر تا پا لجنی پوشیده بودند. علا جلویشان سینه سپر کرد و 2 دستش را حصار اعلی کرد. چشمهایش آنقدر براق شده بود که من و مادر که توی خانه بودیم احساس امنیت کردیم. مادر دیگر گریه نمی کرد، نعره می کشید و فحش می داد. به هر کسی جلویش می آمد فحش و مشت می کوبید. فرمانده سرتاپا لجنی های مسلح رگبار رو به آسمان کشید و فریاد زد: خیلی سر و صدا می کنی. اگه نفست بالا بیاد خونت رو روی سرت خراب می کنم. علا فریاد زد: شما خیلی وقت خونم رو خراب کردین. توی دلمان خالی شد. من و مادر به پای لجنی پوشها افتادیم. آنها اسلحه هاشان را نشانه رفتند و پوتین های گلالودشان را به کار بستند. پهلوی مادرم را شکستند. برای من 1 لگد کافی بود. تا پوتین را به شکمم کوبید نفسم قطع شد. هرچه دست و پا می زدم ذره‌ای هوا از گلویم رد نمی شد. پوتینی به صورت اعلی کوبیده شد و لبها و دماغش را پر از خون کرد. جیغ کشیدم، اما جیغی کشیده نشد. در خیالم جیغ کشیده بودم. 2 دستم را روی سینه فشار دادم. سوزه‌ای از ته حفره گلویم بیرون آمد که فقط خودم می شنیدمش. کف حیاط افتاده بودم. تنها توانی که داشتم صرف باز نگه داشتن پلکایم شد. اعلی را کت بسته کشان بردند. فرمانده انگشت اشاره‌اش را به سمت علا گرفته بود و فریاد میزد: اگه با صدات در بیاد همتون رو به بم میکشم. علا جیغ میکشید و خاک بر سر میریخت. لنگکروز مسلح اعلی را برد. لنگکروزهای مسلح تا قبل از اذان صبح از هر خانه‌ای مردی را کشاندند و بردند. زمانبندیشان حتما برای همین بود که بعد از تجاوزها و خانه خراب کردن مردم با خیال آسوده به نماز اول وقتشان برسند. مویه مویه مویه. 6 ماهی از آبان 98 گذشته بود. سفری به تهران داشتم و شب نشینی با دوستان. صحبت‌های از هر دری کشاندمان به آبان 98. دوستی گفت: البته اینطور احساس کردم
و حتی بدتر احساس کردم که اظهار فضلش متوجه من است. ملت بی ارزه‌ای داریم. دیگه عزیزتر از برادر و خواهر و پدر و مادر مگه داریم؟ یارو بچهش رو کشتن صداش در نمیاد. الان 6 ماه گذشته، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. نه صدایی نه حرفی. هیچ. همون موقع یه عده جوگیر شدن، اعتراضهای زیر پتویی کردن. صفحه اینستاگرام مفت و مجانی، عکس و یادداشت‌های 100 منیقاست. من هم نوشته بودم، یادداشت‌های سوگوارانه که بعد از ماهی دیگر ننوشتم. نه اینکه از یاد برده باشمشان، نه اصلاً، بلکه رگبار جنایات جمهوری اسلامی پایانی نداشت و ندارد و فقری که حلقه محاصره‌اش را تنگ و تنگتر می کند. نسبت به دوستی که بالا رفته بود و سرکوفتهایش پایانی نداشت واکنشی نشان ندادم. هرچند تا آنجا که اطلاع داشتم خودش هم کاری نکرده بود، چون خودش را مجبور نمی‌دید. از بیاناتش معلوم بود اگر از خانواده‌اش کسی آسیب می‌دید، آن وقت دست به اقدامی می‌زد. ولی به واقع من هم کاری نکرده بودم جز نوشتن چند یادداشت سوگواری. پس هرچه اراجیف میگفت را بی جواب گذاشتم حالا که حرارت الکل توی خونش جریان پیدا کرده در این جمع 5 نفره من هوار بزند و به زمین و زمان بی ربط و با ربط فحش بدهد، چرا که باعث شده دوباره بغض کنم و آبان 98 برایم زنده شود. پست بعدی: ماشین شاسی بلند ضد گلوله سرتاپا سیاه جلوی ام علا ایستاده. حالت دوربین و فاصله‌اش به شکلی است که می شود متوجه شد مخفیانه گرفته شده. عکس بعدی هم از همان فاصله است، ولی سعی شده روی مردی که حتما از ماشین پیاده شده زوم کند. سرتاپا سبز تیره پوشیده، تسبیحی دراز از کف دستش آویزان است. حس این که زیر لب ذکر میگوید را دارد و چشمها را رو به آسمان گرفته. عکس بعدی: دستی که تسبیح آویزانش است را رو به آسمان بالا برده و دست دیگرش را روی صورت گرفته. از وقتی پدرم اعلا را بردن، ام اعلا از صبح تا آخر شب کنار در شکسته‌مان می نشیند. دیگر گریه نمی کند، دیگر جیغ نمی زند، دیگر پنجه به گونه نمی کشد. توی کوچه، توی کوره ها، انگار توی دنیا دیگر کسی زندگی نمی کند. همه در خانه هاشان نشستند و نمی‌دانند با غم جدیدشان چگونه سر کنند. مرد دیگری را از خانهشان به گروگان بردند تا نگذارند حتی برای آنانی که کشته شدند و در نیزار جراحی انداختند عزاداری کنیم. هیچ کس نیست که دست کمک دهد تا در آهنی ویران شده ایمان را نصب کنیم. حتما برای دیگران هم همینطور است. درها شکستند و خانه ها را خراب کردند و انسانها را کشتند. وقتی نمیتوانم در خانه خودم را بلند کنم، چگونه به یاری همسایم بروم؟ منی که خودم نیازمند یاریم. هنوز جای کبودی روی شکمم مانده، هنوز درد دارد، هنوز چشم انتظاریم، هنوز سر در گمیم. در پست بعدی عکس نشان می‌دهد مرد سبزپوش لباس پاسداری جلوی ام اعلا زانو زده. معلوم است که سعی دارد خود را مهربان نشان دهد. ام اعلا به دور از چشم پاسدار پنجه‌اش را بر سیمان جلوی در می‌کشید. عکس بعدی شاسی بلند را نشان می‌دهد که دور می‌شود. زیر پست نوشته شده بود امی را بردن، ام اعلا را بردن. در پست بعدی حکایتی را به تحریر درآورده. هر آنچه پیش رو می‌خوانید بازنویسی روایتی است که از ام اعلا شنیدم. جلوی ام اعلا زانو زد. ام اعلا می‌خواست انگشت‌های استخوانی‌اش را در سختی سیمانی فرو کند که قطرات خون رویش خشکیده بود. ام اعلا گفت: سید خدا، فرزند پیامبر، بچه‌هام را می‌خوام، بچه‌هام. مرد از اینکه سید خطابش کرده بود خوشش آمد و خندید و گفت: بیا بریم یه چیزایی نشونت بدم. شاسی بلند ام اعلا و سید را سوار کرد و به راه افتاد. رفت به منطقه‌های مسکونی که دورشان حصار بود و برای ورود باید از دروازه حراست می‌گذشتند. منطقه‌های مسکونی آدم‌هایی که به هر دلیلی از دیگر منطقه‌های شهر پولدارتر هستند.
و آنقدر وسعت دارند که افزایش قیمت بنزین و نفت و طلا و یورو در زیستشان تأثیری ندارد. سید گفت همین جا بزن کنار و رو به ام علا گفت پیاده شیم و یه قدمی بزنیم. بچه‌ها توی پارک می‌دویدن و جیغ خنده‌هاشان سبزی درخت‌ها را شاداب می‌کرد. عده‌ای دختر و پسر دوچرخه سوار دنبال هم می‌رفتند و می‌چرخیدند. سید اشاره داد و دوباره سوار ماشین شدند و توی کوچه‌ها پرسه زدند. جلوی همه خانه‌ها ماشین‌های رنگارنگ بزرگ و کوچک پارک بود. عطر شببو و شمشاد کوچه را پر کرده بود. سید اشاره می‌داد و می‌ایستادند و هدفونی به گوش ام علا می‌چسباندند تا گوش دهد. پسری با بر و بازوی ورزیده، شلوارک و رکابی پوش، بی توجه به آنها از خانه بیرون زد و به کوچه آمد. بلند بلند می‌خندید و در موبایلش فریاد می‌زد: ها بابا حتما می‌خوامش. طرف دیگر خط: ردیف داداش. حال میده با این ماشین بزنیم بریم ارمنستان کنسرت. طرف دیگر خط: فقط یه مقداری برای گمرکی احتیاج داره زیرمیزی بدی. قیمتش هرچی باشه چشمم رو گرفته. طرف دیگر خط: حل پس. عالیه میخوامش. طرف دیگر خط: به همون شماره واریز کن. تا برسه دستم چقدر طول میکشه؟ طرف دیگر خط: فقط یه تاریخ بده. صورت بعضیا رو میندازه. طرف دیگر خط: برو حالشو ببر. فکر کنم پلاکش شماره دبی باشه. طرف دیگر خط: آره ولی اگه بخوای ملیش میکنیم. پول همه چی رو ردیف میکنه. فقط میمونه مدارک. باید پستش کنی برام. طرف دیگر خط: روی چشم. حوصله این چیزا رو ندارم. میخوام رسید دستم سویچ بندازم روش و ده برو. دوباره اشاره داد و حرکت کردن. سر کوچه ایستادن. زنی از خانه بیرون زد و با عجله سوار ماشین شد و سیگاری گیران. موبایلش را به گوشش چسباند. سید اشاره داد و هدفون را به ام علا دادن. صدای کشدارش می آمد. عزیزم اذیتم نکن وقت ندارم. طرف دیگر خط: نه تو دیگه مثل قبل نیستی. عوض شدی. فردا از صبح تا از تنهام. الان شوهرم میفهمه. طرف دیگر خط: خب بفهمه. واقعا من چقدر برات اهمیت دارم. چرا اینقدر اذیتم میکنی؟ عزیزم یه کاری نکن گریه کنم. هر وقت گریه میکنم چشام سرخ میشه. شوهرم میفهمه. گیر میده که چرا گریه کردم. تو رو جون من بذار فردا کلی با هم حرف میزنیم. طرف دیگر خط: باشه فردا صحبت میکنیم. برنامه ریخته بودم. شب را خانه دوستی در 218 دستگاه محله شرکتی نشین ماهشهر سر کنم که دقیقاً مصادف شد با گرانی بنزین و اعتصاب و تعطیل شدن شهر و قطع عبور و مرور. ماشین را خانه دوستم می‌گذاشتم و پای پیاده شهر را می‌گشتم. راه کارخانه بسته شده بود و به اجبار شرکتی‌ها در خانه‌هاشان ماندگار شدند. از صبح که بیدار می شدم توی شهر می گشتم و شب تا صبح می نشستم هر آنچه دیده بودم را برای دوستم بازگو می کردم. کجاها سنگ ریخته بودند، کجاها تیرهای برق را انداخته بودند، کجاها لاستیک آتش زده بودند. آخر شب بود. توی حیاط نشسته بودم و سیگار می کشیدم. حصار حیاط خانه ها جالی های پوشیده از شمشاد است. برای همین صداها از خانه همسایه به راحتی شنیده می شود. زنی تلفنی صحبت می کرد. نه اینکه بخواهم گوش کنم، بلکه صدا واضح شنیده می شد. اما وقتی از چند و چون کار باخبر شدم، با کنجکاوی ماجرا را پیگیری کردم. زن با برادرش صحبت می کرد و می خواستند مایملک پدر و مادر در قید حیاتشان را تصاحب کنند. چرا که احساس می کردند دیگر برادرشان زودتر به فکر افتاده و از آنها برای رسیدن به این هدف پیشی گرفته. تمامی گذشته و آنچه در حق هم کرده بودن را پیش کشیدند و چه بی‌معرفتی ها که آن برادر شیاد نکرده بود را مرور کردند. و حتما پدر و مادری که چشمشان را روی صحبت‌های ایشان بستند و فقط به فکر آن دیگری هستند. وقتی از دوستم پرسیدم که وضعیتشان به چه ترتیب است، گفت که زن و شوهر رسمی شرکت هستند.
توی هر سوراخی که میشد سرمایه گذاری کردند. از برادرها پرسیدم. آنها هم شغل دولتی داشتند و اشتراکی کارخانه تولیدی زده بودند و نمیدانستم آیا باید از آنها بدم بیاید یا نیاید. اول شوکه شدم. طمعشان ممکن بود کجا پایان پذیرد. در این شبها به چه چیزهایی فکر می‌کردند؟ مسئله این بود که من هم فقط فکر می‌کردم و هیچ کار دیگری نمی‌کردم. عذاب وجدان منفعل بودنم چنان زیاد بود که به خودم اجازه نمی‌دادم از آنها خورده بگیرم. ام علا گفته بود ببرم خونه، پاهم جون نداره. از این جایش را خودم شاهد بودم. وقتی رسیدن جلوی در منتظر ایستاده بودیم. شب از نیمه گذشته بود. وقتی ام علا را بردن تنها کاری که از دستمان برمی آمد را انجام دادیم. نشستیم جلوی در و چشم دوختیم به جاده. ام علا که از ماشین پیاده شد دست و پایش می لرزید و رنگش پریده بود. رفتیم سمتش، دستش را بالا آورد. با دست لرزانش اشاره داد جلوتر نرویم. چقدر برایش سخت بود قدم از قدم بردارد. لبهایش را به هم فشرده بود و تون تون از بینی نفس می کشید. سید از ماشین پیاده نشد. پنجره را پایین کشید و گفت دیگه از خونه در نیا. امشب میگم پسرت را آزاد کنن. ام علا به سختی چرخید سمت سید. معلوم بود دلش میخواست فریاد بزند. دلش میخواست دنیا را روی سرشان خراب کند. ولی جانش را نداشت. تمام بدنش به رعشه افتاده بود. گفت تو من رو کجا بردی؟ شوهرم عمرش رو گذاشت برای آباد کردن ممکو. کارگر شهرداری بود. تمام بلوارا و میدونا رو بهش میکرد. از بس سلیقش توی گلکاری خوب بود. روزی نبود برام یه دست گل نیاره. دسترنجش بود. دسترنجش گل بود که میدادش به من. شما صدای مردم رو میشنوین و اون بلاها رو سرشون میارین؟ یعنی صدای بدبختی ما رو هم میشنوین و بازم پاتون رو میذارین روی حلقوممون؟ پست آخر سیاه بود. زیرش نوشته شده بود حسون را کشتن. اعلا را کشتن. ام علا دق کرد. نه، اسرائیلی وجود ندارد. حوادثی از نیزار جراحی. ثبت شده توسط خالد. گویش ویدا. تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com فصل سوم. از عذاب وجدانی رنج میبرم که از آن من نیست. توجه نکردن جنایت است. ندادن امکان بقاست. ما همگی تا حدی جنایتکار و خونسرد و بی‌توجهیم. بینام. توریست انقلابی. جرأت ندارم نامم را زیر نوشته‌هایم بنویسم. نوشته‌هایی که ثبت شنیده‌های بسیار و دیده‌های اندک است. چطور میتوانم خود را معترض بنامم؟ ثبت شده‌ها را بی‌نشان ثبت می‌کنم چون میترسم. دوستی که نوشته‌های کوتاهش را سر هر داستان آوردم خواست بینام قید شود. تفاوت خاص من و او می‌خواست بینام باشد. از نظرش هنر متعلق به فرد خاصی نیست و اگر نامی زیر اثری ثبت شود هنر را انحصاری کرده. هنر با تمام شعارها و وجوه انسانیش وقتی منسوب به هنرمند شود از انسانیت تهی می شود. اثر هنری می شود نام، می شود پول، می شود اسوه و دیگران را به پیروی می خواند تا به انحصار اندیشه‌اش کشیده شوند. من اما می ترسم. ترسی مسخره، ترس از دست دادن. مگر چه دارم از دست بدهم؟ ترس زندان. ما در زندانی به وسعت جمهوری اسلامی اسیر هستیم. ترس شکنجه، تنبیه بدنی. از وقتی متولد شدیم همراهمان بوده. ظهرهای بیکاری باید خفه می شدیم تا خواب بزرگترها خراب نشود. در مدرسه باید خفه می شدیم. چشم به ساعت داشتیم تا بگذرد و از کلاس‌های خسته کننده و حوصله سربر فرار کنیم. سربازی، بزرگترین خفتگاه، یا شاید ترس هدر رفتن. چه چیزی هدر نرود؟ ثروت نداشته؟ غرور در خدمت سربازی از بین رفته و هرگاه یادش میافتم از خودم خجالت میکشم. نه، انگار همه هست و هیچ نیست. ترس نهادینه. یا بهتر بگویم حسی جز ترس نیاموختم. جمعه 24 آبان 1398. افزایش 3 برابری قیمت بنزین. ضرب‌المثل‌ها فقط به درد والسلام ختم کلام میخورند. برای کندن قال قضیه. همینی که هست. میخوای بخواه، نمیخوای نخواه.
وقتی ضرب المثلی در پاسخ دندان شکن به کار می رود، متوجه لنگی کار می شوم. یعنی به اعتبار ضرب المثل قید شده دهانت را ببند و حرف زیادی نزن. بزرگی گفتن و کوچیکی گفتن. دهانت را ببند. تو اصلا کی باشی که حرف بزنی؟ ضرب المثل‌ها از گذشته ناپیدا آمدند و روی سرمان خراب شدند. یعنی بیخ تمامی مشکلات و بدبختی‌ها از عهد کهن گیر بوده و هست و خواهد بود. دورش شتر بخواب. خواب آشفته نبین. انگار اختیاری هم داریم. شتر خوابیده رویمان و ول نمی‌کند تا جان به در بریم. با آشفتگی‌ها و استرس‌ها به خواب می‌رویم. در خواب فلاکت‌ها به اشکال تمثیلی و استعاری و نماد به دنبالمان می‌دوند. خیس از عرق و با فشار بالا و تپش قلب از خواب میپریم. ناغافل خفت شده ایم. با فونت درشت جلویمان نقش میبندد افزایش 3 برابری قیمت بنزین. 6 ماه از آبان نیزار جراحی میگذرد و حوادث و جنایات خونین بیوقفه عزا بر عزایمان نشانده. از عذاب وجدانی رنج میبرم که از آن من نیست. خودم را توریست انقلابی میدانم. هیچ وقت درک درستی از افتخار و سرآمد بودن نداشتم و تلاشی برای به چنگ آوردن اسم و رسمی نکردم و حتی حوصله‌ام از تشویق نوابغ سر می رود. تنها خواستم آسایش و سکوت است. نه مرتبه‌ای بالاتر از کسی باشم و نه کسی از بالا امرم کند. سال 1388 شروع حضور نسل من. نسلی تنها و پراکنده، بی تجربه و خام و رها شده. برای من از نسل پیش جز چند نام هیچ نمانده. اصلا نمیدانستیم زنده‌اند یا مرده. انگار باید همه را از اول خودمان تجربه می‌کردیم. الف سین و الف لام و خ. و حالا در سال 1398 بعد از 10 سال چه تجربه‌هایی آموختیم که بتوانیم تغییری به وجود آوریم. خرداد 88 برای خرج تحصیل به موقت کاری در پتروشیمی مشغول شدم. شیفت شب 12 ساعته. انتخابات و ضمن تقلب شور و هیجان انقلابی که در فیلم‌های سینمایی دیده بودم را به شهرهای ایران آورده بود. اما مجبور بودم از خیابان بگذرم و به کارخانه بروم. الف سین و الف لام برایم تعریف می‌کردند که شلوغ کاری کرده بودند. جلوی بانک ملی شعبه ناحیه. رفته بودم بالای سکو و شعار داده بودند و همه پاسخ داده بودند. عده‌ای فیلم گرفته بودند و فیلم‌ها دست به دست شده بود و شب برایشان فیلم‌هایی از افراد ناشناس ارسال شده بود و چه ذوقی کرده بودند و من هم خیال می‌پروراندم و غبطه می‌خوردم از اینکه نبودم و از نزدیک ندیدم و نتوانسته بودم در فضایی که مهیا شده بود من هم ابراز احساسات کنم. تنها یک شب بود و همین بیشتر دلم را می‌سوزاند. هفته‌ای گذشت و مردم تهران هنوز توی خیابان‌ها بودند و هرچه اشک‌آور زده بودند آنها بیشتر سیگار دود کرده بودند. هفته‌ای گذشت و فراخوانی برای شهرستان‌ها پخش شد. من به کارخانه رفتم و الف سه و الف لام به بانک ملی رفتن. هیچ کس نبود. کسی نیامده بود. آنها نمی‌دانستند باید به کجا رجوع کنند تا عده‌ای را ببینند که مثل خودشان معترض هستند که جمع شوند و دوباره و 100 بار شعار بدهند. هیچ کس نبود، فقط خودشان دوتا بودند. ساعتی نشسته بودند و بیان که شعاری بدهند، بیان که حرف دلشان را فریاد بزنند رفته بودند. برگشته بودند خانه. شبانها تماس نگرفتند، من تماس گرفتم. جویای احوال شدم. ضد حال بودند. راحت تر از آن که فکرش را می‌کردند سرکوب شده بودند. آنها تنها 2 نفر بودند. مهر 88 من هم بودم. رفتیم دریاچه نمک و بین مردم به مناسبت تولد شجریان شیرینی پخش کردیم. به مناسبت اینکه شجریان در تلویزیون صدای آمریکا مصاحبه کرده بود و حمایت خودش را از معترضین اعلام کرده بود. صدای اعتراض زنان شده بود. زنان هم باید آواز بخوانند. تنها 3 نفر بودیم. در راه برگشت به خانه هرچه دیده بودیم را برای هم تعریف کردیم. فلانی چه چپ چپ نگاه می‌کرد. اون یکی چه خوشحال شده بود. بعضی هم از مرحله پرت بودند. صدای پخش ماشین را بلند کردیم و 3 نفره فریاد می‌زدیم تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن و تا صبح همان 2 ساعت را 1000 بار برای هم تعریف کردیم و هر 1000 بار به اندازه بار اول هیجان داشتیم. اما تنها همین 3 نفر بودیم و تنها همین 3 نفر. آبان 88 از مهر که کلاس‌ها شروع شد هیچ تحرکی در دانشگاه نبود. حس شرمندگیش برای من بود.
هر کس میپرسید توی دانشگاه خبری نیست، بحث را عوض میکردم. توی دانشگاه همه مثل هم بودند. همه دانشجوهایی بودند که می آمدند و می رفتند. 13 آبان اما همه آبروی از دست رفتم بازگشت. کلاس 8 تا 10 تمام شده و رفتم برای کلاس ساعت 11. صدا آمد. فریاد و شعار. اصلا نفهمیدم که این همه دانشجو جمع شده بودند. کلاس ها تعطیل شده و همه در مهبد جمع شده بودند. تا عصر بین جمعیت بودم و فیلم گرفتم تا به همه نشان دهم توی دانشگاه چه شلوغ شده بود. شعار شعار شعار. نمیدانستم این همه شور و هیجان را مدیون چه کسی هستم. هرچه چشم میچرخاندم فقط دانشجوهایی میدیدم که کلاس‌ها را تعطیل کرده بودند. کلاس آخر 6 تا 8 را بستند و دانشگاه را تعطیل کردند. دانشگاه تعطیل شده و دانشجوها به خانه‌هایشان رفتند و فردا دوباره همه چیز به حالت اول برگشته بود. فضای دانشگاه و عده‌ای دانشجو. اصلا کسی راجع به روز قبل، روز 13 آبان حرفی نمیزد. اگر فیلم‌ها را نگرفته بودم فکر می‌کردم همه‌اش را خواب دیدم. هیچ کس نبود تا از پیش آمده ها کلامی رد و بدل کنیم. یعنی دیروزی ها هم دانشجوی همین دانشگاه بودند. 1 سال تمام چشم گرداندم و هیچ ندیدم. آخر سال، آخرین کلاس، پسری با استاد درس انقلاب اسلامی بحث می‌کرد. همه چیز عادی بود تا وقتی که استاد گفت میدونم مشکلاتی برات درست کردن. منتظر پایان کلاس شدم. بعد از کلاس دیدمش. موهایش سفید شده بود. معلوم بود سفید شدن. در اوج جوانی یکی سیاه یکی سفید. از برق و ضخامت موها پیدا بود که جوانن و تنها رنگشان سفید شده. پرسیدم کجا بودی؟ چی شد؟ برای خاطر آبان؟ عقب نشست. اگر دوستانش نبودن حتما فرار میکرد. حضور دوستانش باعث شد اعتماد به نفسش زود برگردد و گفت آره 2 ماه زندان سپیدار بودم و تا الان تعلیقم. اومده بودم برای کارهای اداری. گفتن فعلا موافقت نکردن برگردم دانشگاه. شاید سال آینده. نگذاشت بیشتر بپرسم حتی از احوالش رفت. تجربه حضور در اعتراضها و فعالیت اجتماعیم بود که واکنشم در سال 99 به گرانی 3 برابری بنزین شد. هنوز برای مشکلات و بدبختی‌های پیش از خواب راه حلی نیافته‌ایم و معنای استعاره‌ها و نمادهای کابوس‌ها را نفهمیده‌ایم که باید بیاندیشیم پول بنزین ماهانه‌مان چقدر می‌شود. هر روز از ماهشهر تا سربندر را باید بروم و بیایم تا به کلاس درس برسم. با چه فرمولی حساب کتاب کنم زندگی را؟ خبر فوری، تحلیل پشت تحلیل، تحلیلگران و مصاحبه کنندگان. چرا بدون اطلاع قبلی و یکباره افزایش را اعلام کردند؟ توجیه وجود داره؟ ممکن بود عده‌ای سوء استفاده کنند. و خودم تحلیل می کنم. اگر از قبل هم اطلاع می دادن چه کاری می توانستم بکنم؟ ماشینم 1 باک که بیشتر ندارد. در نهایت تلاش اگر می توانستم 2 بشکه 20 لیتری ذخیره می کردم. مثلا اگر 2 ماه پیش اعلام می کردن یا 3 ماه پیش یا 4 ماه پیش. واقعا به حال من و اکثریتی که وضعیتی بهتر از من ندارن چه فرقی می کرد؟ نمی توانستم راه ماهشهر تا سربندر را کوتاه کنم. نه با حقوق معلمی خانه‌ای در سربندر بگیرم. ای داد اگر خانه پدری نبود و با آنها زندگی نمی کردم چه می شد؟ سقف خانهشان بالای سرم و خرج خورد و خوراک هم با حقوق بازنشستگی پیرمرد و زحمت پیرزن است. تنها دلخوشیم به تعطیلات تابستان بود. سفری بروم و در مدرسه‌ای در شهر دیگری اتراق کنم. تا کمی از هوای پتروشیمی زده و آب جیب آلود و آفتاب ماهشهرسوز دور شوم. اگر قرار به سوء استفاده است، واقعاً چند نفر از مردم توان سوء استفاده را دارند. نهایت اختلاس در خانه پدری کش رفتن نخی از پاکت سیگار پدر است که نیمه شبی هوس دود کردن به کلم میزند. تا 40 همسایه سمت راستی، 40 همسایه سمت چپی، 40 همسایه جلویی و 40 همسایه عقبیمان نهایت با اختلاف 1-2 لیتر بیشتر یا کمتر توانی بالاتر از چمنی را ندارند. قیمت‌ها از فردا چندین برابر می شود. پس‌اندازها چندین برابر بی ارزش‌تر می شوند. اصلاً مگر می خواستم با پس‌اندازم چه کار کنم؟ چه کار می شد کرد؟ الان که دیگر هیچ کاری نمی شود کرد. فقط داغ چندین سال زحمت بیموز بر دل می نشیند. حقوق ثابت ماهانه‌ام ثابت می ماند و کمر خم می کند در مقابل چندین برابر شده ها. دیگرانی که درآمدی ندارند.
خب ندارن دیگر. 3 برابر و 10 برابر ندارد. 0 ضرب در هر عددی می شود 0. همه حرفها و فکرها در فاصله شنیدن خبر و تحلیلگری و بازگویی خبر ریشه دواندند در رگ‌ها و عصب‌هایم. و ادامه دارد. اگر دندون پوسیدم درد بگیره، دیسک کمرم بزنه بیرون، اگه چرخ ماشینم پنچر بشه، وای تعویض روغن، الان چقدر میشه؟ کابوسی بالاتر خراب شدن لپتاپ وجود نداره. موبایل. خبرها در سوپرمارکت‌های محلی بی‌معطلی آورده و برده میشوند. هنوز وارد مغازه نشدم که داغی خبرها امکان ماندن نمیدهد. پمپ بنزین‌ها را بستن. ظهر جلوی پمپ بنزین کوی سعدی جمع شده بودن. هنوز هستن؟ آره باید باشن. نمیشد پیاده رفت. هنوز بنزین 1000 تومانی توی باک پراید بود. اگر میدانستم قرار است بنزین گران شود، نهایت 20 لیتر بیشتر نمیتوانستم بزنم. ته بلوار آزادی به کوی سعدی میرسد. از نبش هتل ایرانیان وارد بزرگراه شدم. فضای باز و بایر. ولی فاصله آنقدری نبود که بشود تشخیص داد گروهی آنجا ایستادند یا نه. اسفند 88 با الف سین و الف لام رفتیم اهواز. چهارشنبه سوری به نیت پیوستن به جمع معترضین. بزرگترین معضلمان ماشین بود که کجا بگذاریمش. مسافتها را نمیشد پیاده رفت و از سوی دیگر ترس داشتیم با ماشین برویم و گیر بیفتیم. در نهایت ماشین را گذاشتیم خونه دوستی و در اهواز اعلان شدیم. خبر می گرفتیم. ملت در نادری جمع شدند. تا می رسیدیم فقط گاردهای ویژه سراپا زره پوش می دیدیم که مردم را پراکنده بودند. تاکسی نبود و ماشین‌های عبوری از ترس به راه‌های پرخطر نمی رفتند و ما قصدمان رفتن به کیان پارس بود. همان جایی که گفته بودند جمعیت رفتند. از نادری تا کیان پارس جز خیابان و ردیف خانه و تاریکی و سکوت هیچ نبود و تنها آشوب در دلهامان بود که راهیمان می‌کرد و پاها را سرعت می‌بخشید. از بدو ورود به کیان پارس جز گارد و ماشین‌های ضد شورش سر هر فرعی هیچ ندیدیم تا انتهای متصل به اتوبان. اتوبان می‌رساندمان به زیتون. پچ‌پچه‌ها می‌گفتند رفتن سمت زیتون. اتوبان بود و هجوم ماشین‌هایی که معلوم نبود به فکر فرار هستند یا ملحق شدن به مبارزه. فروشگاه‌های خیابان اصلی زیتون تعطیل بودند و مردم بی هدف دور خودشان می‌گشتند و مأمورهای انتظامی و ضد شورش و لباس شخصی بیسیم به دست کپه کپه جمع شده بودند و لحظه‌ای دم نمی‌بستند. ناگهان یکیشان میگفت اون طرف و چند نفری از گارد جهت را می‌گرفتند و می‌دویدند و جمعیت فریاد می‌زدند و صدای جیغ و سوتشان هوا می‌رفت و ضد شورشی‌ها گارد می‌گرفتند. گارد تدافعی ولی رو به جلو حرکت می‌کردند و هوار می‌زدند حرکت کن متفرق. ضد شورش اسمی که خودشان روی خودشان گذاشتند، یعنی آنها فقط برای شورشی‌ها حضور دارند و هرگاه به مکانی می‌آیند یعنی آنجا شورش شده ولاغه. اسمی که روی خودشان گذاشتند قضاوتی از پیش تعیین شده است و به هر تجمعی فقط یک نگاه دارند. آمدن شورشی‌ها را از بین ببرند و کسی هم حق اعتراض ندارد. مثلا اسم خودشان را نگذاشتند ضد عدالت‌خواهان یا ضد فقیران به خیابان آمده، ضد پرسشگران. نه، آنها هر اعتراضی را فقط شورش می‌بینند. روی خودشان اسم گذاشتند، ضد شورش و حتما به هر کجا که وارد شوند آنجا شورشی رخ داده. خبر رسید ملی راه اوج درگیری هاست. رفتیم و رسیدیم و جمعیت بود و نبود. جمعیتی بود چون عده‌ای در خیابان و بیابان می رفتند و می آمدند و می ایستادند و سیگاری دود می کردند و جمعیتی نبود چرا که آنقدر از هم دور بودند که انگار هیچ ربطی به هم ندارند و محلی است برای تردد. شب چهارشنبه سوری اسفند 88 به هر جا رسیدیم درگیری ها تمام شده بود و مردم متفرق شده بودند. تمام اهواز را از جنوب تا شمال پیاده رفته بودیم و نای برگشتن برایمان نمانده بود. بزرگراه آزادی را تا کوی سعدی می رفتم و خیال اینکه ماشینم را کجا بگذارم در سر داشتم ولی نمیخواستم دیر برسم. ولی دیر رسیدم. کوی سعدی خلوت بود. پیچیدم به ورودی پمپ بنزین تعطیل بود. سر خروجی 2 نفر ایستاده بودند. نزدیکشان شدم اما ندادن حرفی بزنم. چرا شما مردم اینجوری هستین؟ مگه نمیبینین گرون شده؟ بدو میایم بنزین. لااقل 2 روز صبر کنین. گفتم چه خبرتونه؟
شنیدم اینجا شلوغ شده. اومدم برای اعتراض. کجا رفتن؟ تمام شد؟ رفتن آخر خیابان سعدی. چرخیدم و رفتم آخر سعدی. این بار ماشین را داشتم و می توانستم سریعتر خودم را به آخر سعدی، کمربندی خارج شهر، خروجی سمت هندیجان برسانم. از پیچ و واپیچ سعدی سرازیر شدم و بلوار به آخر رسید. جمعیت را دیدم. با فاصله ماشین را پارک کردم و رفتم در جمعیت. دور تا دور آدم ایستاده بود و توی خیابان سنگ ریخته بودند و چند موتور و ماشین سد معبر کرده بودند. ترس مانع می‌شد دوربین گوشیم را به کار بگیرم. چند نفری را می‌شناختم که بسیجی فعال بودند و چهره‌ای شناخته شده بودند و چند چهره مشکوک. چند ثانیه‌ای دوربین را گرداندم روی جمعیت و مراقب بودم پلاک ماشین‌ها را نگیرم. کسی حرفی نمی‌زد. بین جمعیت حرکت کردم. کسی حرفی برای گفتن نداشت و انگار همه سردرگم بودند. نه الف سین بود و نه الف لام. حالا که به جمعیت رسیده بودم تنها بودم و نمی‌دانستم باید چه کنم. چند ماشین به سد معبر برخوردند. با داد و هوا راهشان را باز کردند. مردم که از هم ناراحت نیستند و با هم پدرکشتگی ندارند، ولی هر کسی راه خودش را می‌رود و نمی‌شود از همه انتظار داشت. چه برسد به ماشین‌هایی که از کمربندی می‌آیند و می‌روند. می‌آیند که از شهر خارج شوند یا مهمانند و یا به مهمانی و سفر می‌روند. ماشین‌های پر از زن و مرد و بچه و راننده‌هایی که با داد و فریاد راهشان را می‌گشایند. سد معبرها تبدیل شده بودند به سد معبر متحرک، نمادین. هر کسی می‌آمد رد می‌شد. تنها کمی سرعتش را کم می‌کرد و گذر می‌کرد. نهایت صحبت‌ها دلنگرانی از گرانی چند برابری همه چیز بود. بنزین خون در رگ‌های کالاها است و برای زنده ماندن قیمت کالاها را حداقل باید 3 برابر می‌کردند تا به دبستان رخ بدهد. آسین تماس گرفت. قرار از پیش تعیین شده داشتیم. گفت بیام دنبالت؟ گفتم تا 10 دقیقه دیگه پیشتم. خودم میام دنبالت. سکوت و بی‌تحرکی خستم کرده بود و انگیزه‌ای برای ماندن نداشتم. به خیالم تا شب نشده همه میرفتن. آرام و بی صدا از جمعیت ساکت بیرون خزیدم. چند ثانیه فیلمم را برای چند دوست فرستادم. هرچند اندک اما اتفاقی بود برای خودش. شماره آسین را گرفتم. پای آپارتمانش بودم. سلام نکرده خبر کمربندی را برایش گفتم و او هم از گرانی بنزین گفت و چه کنم. فرهنگ سرای فردوسی قرار داشتیم. ویژه برنامه‌ای برای شاهنامه خوانی به لهجه و سیاق ماهشهری و هندیجانی را برای شرکت‌هایی معرفی کنیم که هر کدام از سوی از مملکت گرد آمدند برای شکوفایی پتروشیمی، صنعت ملی و گرداندن چرخ اقتصاد. فرهنگ سرای فردوسی هم جزو مایملک شرکت است و منت گذاشته بودند که جلسات شاهنامه خوانی را در آن مکان برگزار کنیم. به عنوان عضو انجمن به تمرین اعضای اجرا کننده سر زدیم. پیش درآمد تصنیفی خارج از متن شاهنامه انتخاب شده بود. تصنیفی ملی میهنی. ایران ای سرای امید. با آسین برای رویه دادن و تشویق رفته بودیم. تشویق‌هامان را کردیم و زدیم بیرون. تا زدیم بیرون گفتم نمایشگاه نقاشی همین نزدیکی است. اتفاقا امروز افتتاحیه است. بریم. آسین هم با آغوش باز پذیرفت. به نمایشگاه نقاشی رفتیم. نقاشی‌های انتزاعی، سفیدی جمجمه‌ها در سرخی بی‌پروا غرق شده بودند. 2 سالن داشت، یکی مربعی و دلباز و یکی مستطیلی که چون راهرو می‌نمود و کمی تنگ. جماعت همه پشت به تابلوها بودند و دسته دسته کنار هم ایستاده بودند و با هم گفتگو می‌کردند. با آسین چرخی زدیم و زدیم بیرون. شام را که خوردم، الف لام زنگ زد که بریم ببینیم اوضاع احوال چطور شده. راه‌ها را بسته بودند و مجبور بودیم پیاده برویم. چراغ بلوارها خاموش بود و تردد کم. خیابان فرهنگ سرا هم خلوت بود. در عمق تاریکی توده دود از 4 گوشه ماهشهر بالا می‌رفت. کمربندی‌ها را چفت کرده بودند با لاستیک‌های آتش زده. پیچیدیم به خیابان اداره برق. شعله‌های لاستیک‌ها پیدا شدند. شایع بود که پمپ بنزین را آتش زدند. نزده بودند. فقط کنار لاستیک‌های روشنشان گرد شده بودند. بیشترشان بیشتر از 20 سال نداشتند. اندام استخوانی سبکشان را در عرض خیابان می‌بردند و می‌آوردند. 2 موتور که 4 نفر را هم می‌کردند آمدند. ترکشان کیسه‌های خربزه بود.
بچه‌ها کل زدند و دویدن سمت خربزه‌ها. نفری یکی برداشتند. دسته‌های 4-5 نفر دور هم نشستن بخوردن. چشم‌های سرخ شده از دود لاستیک‌ها در شعله‌ها می‌درخشید. آن سوی خیابان زنجیر خانه‌هاشان بود. اعتراضشان همانجا بود، جلوی خانه‌هاشان. شهر ساکت و خواب بود. فقط حاشیه نشین‌ها کمربندی‌ها را بسته بودند. زمزمه‌ای می‌شنیدم. عربی حرف می‌زدند. میان عربی حرف زدن‌هایشان تک جمله‌هایی می‌فهمیدم. امشب خیلی خطرناکه. میخواد چی بشه؟ میکشنمون؟ بکشن. برام مردن بهتره تا تو بدبختی زندگیم بگذره. به خیابان‌های ساکت شهر برگشتیم. توریستی وار به انقلابی‌ها سر زده بودیم. تا به خانه برسم و لباس پر از بوی دود لاستیک سوخته را عوض کنم، صدای رگبار بلند می شود. حتما مسلسل‌ها روی بچه‌های استخوانی مسلح به فقر و گرسنگی رد می شد. توی اتاقم تنها صدای شلیک‌ها را می شنوم. استخوانی‌ها خرد می شوند. تیر می خورند و سیر می شوند. بی نیاز از دنیا و هر آنچه درش هست. همه‌اش برای خودتان. حوادثی از نیزار جراحی. ثبت شده توسط خالد. گویش ویدا. تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com فصل 4. توده آفریده شده برای مردن. تنها رنج به یاد مانده و میماند، بینام. یحیای شادگانی می آمد ماهشهر برای خاطر کار در پتروشیمی. پیمان برایم از یحیی گفت. دیگر آبها از آسیاب افتاده بود در آذر 98. آنقدری عادی شده بود که انگار آبانی نبود. از مهر پریده بودیم و به آذر رسیده بودیم. مثل همه روزهای قبل از آبان رفتم سراغ پیمان. شبهای قبل از آبان 98 این گونه بود. هوای شبهای پاییز کمی رو به خنکی می رفت. ماشین را در گوشه دنج می چپاندیم و با لولهای کاغذی دود تریاک را می مکیدیم. سینه‌های داغ شده من کمی تحمل درد می کرد. کمی از تفریح مشترکمان، از فیلم‌هایی که دیده بودیم حرف می زدیم. دی معنای سردی را بهتر نشانمان می داد. پاسی از عصر که می گذرد، فرعی‌های درندش هم خلوت و دنج می شوند. سردی دی 98 به سردی دی 96 و دی‌های ما قبل می رسید. شیشه ها را به اندازه درزی پایین کشیدیم. سیخ داغ شده را بر نرمی تریاک کشید. دو لوله کاغذی مکنده را پیش بردیم. ذره دود هدر نمی رفت. هرچه بیشتر سینه هایمان را از دود می انباشتیم، میل تکمل کمتر می شد. بعد از هر دم و بازدم غلیظ پرحجم به خیابان پیش رو خیره می شدیم. به آسفالتی که ردیف دایره‌ای عرض کف خیابان را طی کرده بود. اشکالی دایره‌ای که از سوختن تایرها به جا مانده بودند. یک هفته شبانه روز حلقه‌های لاستیک‌های آتشین راهبندان کرده بودند و آسفالت با جوهر قیراندودش را مذاب. انگار می‌خواستند بر تن خیابان‌های شهر خالکوبی کنند. نقشی از روزهای آبان 98 را به یادگار بگذارند تا همیشه. دود و بوی تلخ و گس انباشته در اتاقک ماشین آرام از درز پنجره بیرون می‌سرد و خنکی آذر به داخل نشت می‌کند. با هر دم و بازدم انگار می‌خواستیم حرف‌هایی به هم بزنیم. نمی‌زدیم، همه چیز را می‌دانستیم. چه نیازی به تکرار بود؟ انگار حس درد چنان عمیق بود که نعشگی هم زبان و سینه من را نرم نمی‌کرد. انگار خیلی حرفا بود ولی نمی‌دانستیم از کجایش را بگویم تا سررشته کلاممان شود. نام یحیی بغضمان را شکست. متفاوت‌ترین شادگانی بود که دیده بودم. خدمت اجباری و اجبار تحصیل مجالی بود که با اهل طالاب هم نشین و هم صحبت شوم. و اکنون نیز اجبار ضمن خدمت، خون گرم و دست و دل باز و پرحرف. با تون صدایی بلند انگار قرار نیز هیچگاه زیر بار زور بروند. اخلاق مدار و با حسی قوی از شهوت. لذت شهوت جنسی و شهوت تولید نسل.
و بزرگترین گنجشان داشتن طایفه و قبیله پرجمعیت است. اجبار کسب درآمد باعث شده بود مدتی دراز در کارخانه پتروشیمی کارگری کنم و همانجا یحیی را شناختم. از ابتدای آشناییمان متوجه شدم به هیچ وجه اهل گفتگو نیست. اگر در اتاق استراحت تنها می شدیم نمی‌دانستم از چه چیزی بگویم تا سر صحبت باز شود. در نیم ساعتی که بیشترین حد تنها شدن در اتاق استراحت بود، حتی یک کلمه بینمان رد و بدل نمی‌شد. الان که فکرش را می‌کنم یادم نمی‌آید اصلاً سلامی به هم کرده باشیم. اولش فکر می‌کردم چون عرب است و گپ زدن فارسی برایش سخت، حوصله دخالت در بحث‌ها را ندارد. ولی وقتی در جمع همزبانانش بود نیز حرفی نمی‌زد. یا گیر ور رفتن با ناخن‌هایش بود یا چرت می‌زد. رفتارهایش باعث شده بود مورد مسخره همشهری‌هایش بشود. هر کس می‌خواست برای کار به سایت برود، کمک دستش یحیی را می‌فرستادند. یحیی بپر دستگاه جوش رو بیار. یحیی پتک و آچار رو بگیر بیا پشت مخازن. یحیی یک کمکی به راننده جرثقیل کن. یحیی بی حرف بلند میشد، سلانه سلانه میرفت انبار. میرفت پشت مخازن، میرفت توی گودال. میرفت و میآمد و از دور برای کارگرها دست بلند میکرد و لبخند میزد. کار کارخانه رسید به مرحله بهره برداری. مرحله بعد از کار پروژه‌ای که هزاران کارگر را برای برپا کردن ستون‌های عظیم باروها و برج‌های تختیر و کوره‌ها و مخازن و فلر از سر تا سر مرز سیاسی گرد آورده بودند. اغلب جوانهای جویای پول، بی‌پشیزی سرمایه و علم و فن، در مرحله پروژه تنها نیروی جوانی و زور و بازو اهمیت دارد. نه فن می‌خواهد و نه نیازی به فرمول‌های مهندسی است. کشیدن و بردن و آوردن آهن‌های پاره و نورد شده و کوبیدن پتک‌های آهنی و هل دادن گاری‌های انباشته از سنگ و بتون، پیچاندن آرماتورها و ساختن فونداسیون. تنها نیروی بازوی جوانی می‌خواهد و انگیزه پول. اما همین که کارخانه سرپا شد و شریان‌های گازی و مایع‌های هیدروکربنی جاری شدند، دیگر نیازی به هیچ لشکری از کارگران نیست و بحث داغ اخراج شدنها بالا می‌گیرد. تمامی یاران سیخ و سنگ شب زنده‌دار شروع به زیر آب زدن می‌کنند و هر کسی خود را به ریسمانی می‌آویزد. قیامت می‌شود. چنان از درد بیکاری به خود پیچانده می‌شود و سردرگم که عصر می‌شود و ساعت کار تمام می‌شود. آفتاب به مغرب رسیده اما کارگر مضطرب به خیالش خورشید تازه طلوع کرده و اول صبح است و شرق و غرب را گم کرده. وقتی می‌بیند کارگرها لباس‌های کار را در می‌آورند می‌پرسد چی شده؟ کجا می‌خواین برین؟ اینجور مواقع کسی حوصله پاسخگویی را ندارد. کارگر گیج شده به خود می‌آید و از سر و لودگی خنده‌کنان می‌گوید اگر روز 24 ساعت هم می‌شد باز توی مخارج زندگی می‌موندیم. فقط کم میاریم. کی میشه یه آب خنکی از گلومون پایین بره؟ 2. وقتی پروژه به آخر میرسد انگار فرصتی میشود تا دستی به کمر خسته و پردرد زده شود و چهره عظیم ابوالهول آهنی که از هر گوشش بخار و دود سفید و سیاه با فشار و صدای سرسام‌آوری بیرون میزند را نگاه کند. در پروژه از سر صبح تا شام مشت خاک و پشم و شیشه استشمام میشود، ولی آنقدر گرم حمالی و کوبیدن هست که لحظه‌ای متوجه حجم متراکم دخان مبین نمی‌شود. حالا در این زمان مرگ و زندگی حد فاصل کار و بیکاری فرصتی دست می‌دهد تا جهان را بنگرد. 3. متوجه نشانه‌های غریبی می‌شود. در پروژه خواب‌آلود می‌دوید به دنبال مینیبوس‌های فکستانی اسقاط و جوراب‌هایش را در میان چرت زدن‌های تا رسیدن به کارخانه پا می‌کرد. رسیده و نرسیده خرواری آچار و پتک و بیل به دوش می‌کشید و به دهان سایت می‌رفت. بعد از ظهر با تنی آش و لاش و کوفته ابزارش را می‌کشید و لباس عوض کرده و نکرده می‌دوید لای جمعیت. مینیبوسی را می‌جست تا به خوابگاه بازگرداندش. ولی اکنون در مرحله پیشراه اندازی آغاز و پایان کار با صدای سوری که سر تا سر کارخانه متوجهش می‌شوند اعلام می‌گردد. پس آسوده خاطر می‌تواند ابزارش را به انبار تحویل دهد و دوش بگیرد و لباس عوض کند و با سرویس‌های مشخص به خانه‌اش بازگردد. 4. شوم شو روزم شو. وقتی نوای کارگری بر سنگ نشسته در راه تردد کارگرها
از کانکس های استراحت تا سایت شنیده می شود. خورشیدی که قبل از شایعه های اخراج کارگرها مغز را آب می کرد و همچون کوره های آدمسوزی روغن بدبوی آدمی را بیرون می کشید، اکنون شعله هایش جز ظلمت نمی تاباند. بلا تکلیفی تاریکی می آورد و بیکاری بیپولی ترس از آمدن آینده با خود می آورد. یحیی اما مثل همیشه گوشه‌ای می نشست و به قیامتی که برپا شده بود می نگریست. چشمش سنگین می شد و دهانش باز می شد و با سر و صدای کارگری که اسمش رفته بود توی لیست اخراجی ها چرتش پاره می شد. بالاخره تب و تاب ریزش ها و تعدیل ها به پایان می رسد و رستاخیز بهره برداری آغاز می شود. خدا هم در پاکسازی شر از نوع بشر خلاقیتی ندارد و هر بار تلاش کرده شر و بدی را نابود کند، فقط انسانها را نابود کرده. رستاخیز پس از طوفان نوح. قوم عاد 7 سال دچار قحطی شد. شهر سدوم و گمورا را منهدم کرد. نهایت خلاقیتش در شکم ماهی کردن یونس بود و تنها دلیل به شکم ماهی فرستادنش این بود که آینه‌ای بود در برابر اعمال خداوندیش. یونس از خدایی که هرگاه خسته میشد دست به قتل و عام و نسل‌کشی میزد عذاب بیشتری میخواهد. خدا هم احتمالاً یا نمیدانست عذاب بیشتر دیگر چه میتواند باشد یا متوجه شد ای داد دارم چیکار میکنم. پس از همه قصه ها خیال ها دنیای کنونی به ما رسیده که با قبل از تمام آن کشت و کشتارهایی که روایت شده فرقی نکرده. خدایشان چنین اندیشه‌ای دارد و برای اشاعه اندیشش چنین اقداماتی انجام داده. دیگر چه انتظاری از بشر معتقدش میتوان داشت؟ آرامش پس از رستاخیز کارخانه 2 صباحی بیشتر طول نکشید و هنوز خوشحالی بجامانده ها از طوفان‌ها و دودها و انفجارها ته‌نشین نشده که سوء استفاده از نیروی کار دیگرگونه آغاز می شود. بجامانده ها یا کسانی بودند که مقبول طبع بودند و یا سفارش شده بودند و یا کسانی بودند که چشم و دلشان با گوشت و رگ و پی حس کرده بود که عذاب یعنی چی و چه سرانجامی دارد. اخراج یعنی بیکاری و بیپولی و عده‌ای نیروی کار تازه وارد، تازه کار و تازه پا به عرصه زندگی گذاشته که از طریق آشنابازی توی گروه تعمیرات چپانده شدند. گروه سوم جوانان خامی هستند که باید سالی بگذرد تا از دنیای کارخانه آموزش فن زیرآبزنی و تداوم بقا را بیاموزند. این چند گروه به جامانده‌های گذر کرده از رود نیلند. حتما شرورها از بین رفتند و اینان باقی ماندند. پس هر کس در فن زیرابی ماهرتر باشد میتواند در گرفتن سمت و اضافه حقوق قهارتر باشد. رئیس کارگاه و بازرس‌ها و سرشیفت‌ها با قراردادهای رسمی و پیمانی از موقعیت پیش آمده استفاده می‌کنند تا پروژه‌های درون سازمانی بردارند و از نیروی کار مهیا و جلب توجه‌ها بهره بکشند و درآمد کسب شده را بین خود تقسیم کنند. کارگرها هم که حقوق ماهیانه‌شان را می‌گیرند. دیگه چی میخوان؟ همین هم زیادشونه تا بخوای نیروی کار بیرون ریخته. کسی حرفی زد 4 روز بفرستش بیرون کارخونه تا متوجه بشه. تمامی رؤسا دستشان در یک کاسه است. پس از چه کسی میتوان انتظار حمایتگری داشت؟ روایتگر نیزار جراحی خ نیز از دوره پروژه با آشنابازی وارد کارخانه شده بود. تنها تفاوتش با دیگر هم نسلان تازه به کارخانه آمدهش درخواستش بود. سلحشوری مردی قد کوتاه با ماهیچه‌های پیچیده ورزیده و دماغ عقابی و حنجره‌ای که میتوانست ستونهای ابوالهول کارخانه را بلرزاند خواستش شد. در کارگرهای نسل پیشین که در کارگری ارشد کارگرهای تازه وارد بودند، ویژگی‌های افشین جذبش کرد، نه حرافی‌ها و چاخان‌های کارگرهای فربه‌ای که بر لوله‌ها می‌نشستند، بعد یواش آب می‌رفتند و می‌سریدند پایین و بعد دود می‌شدند و به هوا می‌رفتند و اثری ازشان دیده نمی‌شد تا پایان کار. ناگهان با بازرسی سر می‌رسیدند و کار انجام شده را تحویل می‌دادند. یا کارگرهایی که ماشین رئیس را برق می‌انداختند تا نیاز به کارواش پیدا نکند. یا خبر می‌رسید برای اسباب کشی فلان رئیس شب را تا صبح بارکشی کردند. فقط افشین بود که نان بازوی خود را می‌خورد و اگر دقیقه‌ای از عملکردش کاسته می‌شد، سینه ستبرش را جلو می‌داد و با دست‌های باز و پاهایی که قدم‌های گشاد برمی‌داشت، انگار که می‌خواست سد راه تمام عالم شود
و احقاق حق کند جلوی تمام سرپرست‌های خرد و کلان را می‌گرفت و بر سرشان نعره می‌زد. روبرویش نشسته بودم. ناگهان طوری که خودم هم غافلگیر شدم پرسیدم: افشین، از رئیس کارگاه ناراضی هستیم، چرا دست به یکی نمیشیم بندازیمش بیرون؟ بگیم آقا ما این رئیس کارگاه رو نمیخوایم. ابرو بالا انداخت و بعد چشم‌ها رو باریک کرد و گفت: کی ناراضیه؟ گفتم همه ناراضی هستن. پیش هر کی میشینی یه گله و شکایتی داره، ولی هیچ کاری نمیکنن. افشین لب از لب گشود ولی حرفی نزد، فقط نفسش را با شدت بیرون داد. لبخندی هم زد ولی باز چیزی نگفت. خامی من بود که حرفی نزد، یعنی از کجایش را باید میگفت. باز هم دیر رسیدم ولی خوشحالم که نبودم، اما درسش تا به امروز همراهم است. 2 روزی مرخصی گرفته بودم و چسبانده بودم به رزق. وقتی برگشتم متوجه شدم بر کارگاه طوفانی گذشته. روند سوء استفاده از نیروی کار در کارخانه چنین است. در مرحله بهره برداری تمامی ساخت و سازها انجام گرفته و نیروهای تعمیر و نگهداری از تجهیزات و لوازمات کارخانه مراقبت می‌کنند تا در روند تولید کارخانه مشکلی پیش نیاید. در حین عملیات بهره برداری کم کم نواقص مشخص می‌شوند. برای عیب‌یابی یا به پیمانکاران گذشته رجوع می‌کنند تا از گارانتی استفاده شود، یا اگر قرار است تجهیز جدیدی اضافه شود با پیمانکار جدیدی قرارداد می‌بندند. نیروهایی تحت عنوان نیروی تعمیرات بنا به حرفه و فنشان دسته‌بندی می‌شوند: جوشکار، مکانیک، ساختمانی، لوله‌کش صنعتی، تعمیرات پمپ، ابزار دقیق، برق و غیره. اینجاست که دست رئیس کارگاه تعمیرات با رؤسای کارخانه در تمامی بخش‌های یاد شده در دستم می‌رود. فقط رفتار سودجویانه رئیس کارگاه را دیده بودم و از پشتوانه‌هایش خبر نداشتم که از افشین پرسیدم: ما اگر از رئیس کارگاهمان ناراضی باشیم چگونه نمی‌توانیم اعتراض کنیم و برکنارش کنیم؟ او فقط لب بر لب جنباند و حرفی نزد و چای داغش را هورد کشید. خوشحالم آن روز نبودم. اگر بودم حتما در تصمیم گیری دچار مشکل می‌شدم و حتما تن می‌دادم و حتما امروز بعد از 10 سال هنوز عذاب وجدان داشتم که چرا تن دادم. انگار توانایی کار دیگری هم داشتم. در میان غوغای کارگاه که چون موج ساحل را پر می‌کند و یا بر صخره‌ها کوبیده می‌شود، کارگاه ناگهان پر از کارگر و سرپرست می‌شد و ناگهان ابزار به دست کارگاه را خالی می‌کردند. افشین اما چون لنجی که سالها گوشه ساحل آرمیده نشسته بود و به ترددها می‌نگریست. اهل سیگار هم نبود، اما ابروهای گره کرده‌اش نشان می‌داد دلخوشی از اوضاع ندارد. تا کنار لنج تک افتاده رسیدم. یحیی هم آمد و کنار افشین نشست بدون آنکه حرفی بزند. انگار آمده باشد زیر سایه لنج کمی چرت بزند. آشوب اوضاع طوری بود که نمیدانستم چه بگویم و چه بپرسم که درست باشد و توی ذوق افشین نخورد و اعصابش از اینی که از بیشتر به هم نریزد. حضور و رفتار یحیی ناگهان همه حسها را تغییر داد و هر دو خندیدیم و مجالی شد تا ماجرا را جویا شوم. افشین آهی کشید و دستی به کمر گذاشت و تعریف کرد که 3 روز پیش شمعون رئیس کارگاه میآید به اتاق استراحت اول صبح. همه تعجب میکنند. همه میدانند این مواقع حتما قرار است بلایی سر کارگرها بیاورد. نه سلامی نه علیکی. نگاهی به اتاق میاندازد و خاطرخواهانش را صدا میزند و میبردشان به محوطه کارگاه و شروع میکند برایشان صحبت کردن. انگار بخواهد سگانش را برای نبردی یا شکاری آماده کند. حتما زبانشان را درآوردند و دم تکان دادند و دور برش چرخیدند. با خودم گفتم گاومون زایید، حتما یه نقشه‌ای برامون دارن. همیشه همینطوره. اول خایمالهاش رو میکشه بیرون، بقیه هم که یه مش سوس عنصر. از این حربه استفاده میکنه و کاراش رو پیش میبره. هیچی، نیم ساعتی باهاشون ور رفت. تا دید کارش درست شده، نیشش رو باز کرد و خوشحال رفت. سگا هم برای صاحبشون دم تکون دادن. بعد بدو اومدن و یهو هار شدن و شروع کردن واق واق کردن. 2 تا دیگه از بچه‌ها رو کشوندن و بردن. خوشحالم که نبودم، که اگر بودم حتما یکی از 2 نفر من بودم. 2 گروه در کارگاه داشتیم. گروهی با سابقه که به همراه پیمانکار از کارخانه دیگری آمده بودند. افشین از این نظر جزوشان بود، ولی از نظر تن ندادن به هر کاری جزوشان نبود. و گروهی از نسل جوان و تازه وارد که من جزوشان بودم. نسلی که تازه داشتیم یاد می‌گرفتیم و پیرو نسل گذشته اقدام می‌کردیم. نسل قبل که اکثرا به هر امری تن می‌دادند و ما هم به تبعشان عمل می‌کردیم.
خلاصه 2 سگ‌هاش اومدن و 2 کارگر بیچاره رو کشوندن و رفتن. از سر صبح تا بعد از نهار. وقتی اومدن سر تا پاشون خاک و گل. هنوز تایم استراحت نگذشته بود که دیدیم 2-3 سگ تازه نفس اومدن توی اتاق استراحت و شمعون وسط کارگاه ایستاد و تماشا میکرد که چی میشه. یه لوح گذاشتن وسط و گفتن توی مخازن یه ساخت و ساز داریم، باید یه هفته‌ای جمع بشه. لوح چیدیم. 24 ساعته باید کار کنیم و تحویلش بدیم. آقا ما رو میگی؟ لوح را برداشتم. دیدم نوبت من و 2 دیگه از بچه‌هاست که بریم. گفتم دقیقاً کارش چیه؟ گفتن باید دور یکی از مخازن حصار بتونی بکشی. حصار داره ولی میگن ضعیفه، باید براش پشتوانه بسازیم. منم گفتم این که کار ساختمونی و ما مکانیک هستیم، چه ربطی داره؟ گفت خود دیگه از ما خواستن. زیادم نیست، یه هفته‌ای تموم میشه. لوح را چسبوندم توی سینه‌ش و گفتم اسم منو در بیار. من حمالی مفتی نمی‌کنم. پروژه برمی‌دارین باید حق ما رو هم بدین. شمعون هم مثل سگ پاسوخته‌ای توی کارگاه دور خودش میچرخید. صورتشون افتاد. کبود شده بودن ولی جیکشون در نمیومد. لوحشون رو برداشتن و رفتن سمت شمعون. شمعون یه نگاهی سمتم کرد و رفت. سگاش هم دنبالش. یه ساعتی گذشت. رفت و اومد و پچ‌پچه‌ها شروع شد. یکی میرفت و یکی میومد. 2 نفر رو با خودش میبرد تا کم کم متوجه شدم یه عده‌ای از ترس اینکه شمعون ازشون ناراضی بشه رفتن توی اتاقش باهاش صحبت کردن و خایه‌مالی کردن. اینان از نسل قبلی بودند و یعنی سابقه کاری داشتند و هر کدوم میاد 2 نفر دیگر راضی میکنه که با هم بریم کار. از این حرفا که ارزشش رو نداره. یه هفته کار بیشتر نیست. بچه‌ها هم که تازه اومدن خبر ندارن از این یه هفته هر هفته هست و قراره تا 30 سال آینده همینطوری پیش بره. با خودم فکر کردم اگر بودم چه کار میکردم؟ آیا میترسیدم؟ آیا توی رو در وایسی قرار میگرفتم؟ آیا اصلا چقدر توان مقابله دارم؟ و به قول افشین حالا با این آدم‌ها سر و کار داریم. تا کی رو در وایسی و ترسیدن؟ این بار بر حسب اتفاق نبودم. دفعه بعد چی؟ از صبح همه طبق لوح مشخص شده به کار گرفته میشوند. در پروژه‌ای که بی زحمت تمام درآمدش توی جیب شمعون و حمایتگرانش میرفت. افشین رو کرد به یحیی و گفت تو نرفتی؟ چی شد تو رو نبردن؟ یحیی متعجب شد که خطاب قرار گرفته. گفت هیچی، آخه آبدارچی رسمی‌ها شدم. دیگه کاری به کارم ندارن. سر سال سگ‌های شمعون سمت گرفتن و بعضی از کارگرها به حقوقشان اضافه شد. اما برای افشین که در آن ماجرا سر خم نکرد و تن به زورگویی‌هایشان نداد هیچ عایدی نداشت. سالها گذشت و در پایه‌کاری و سمتش تغییری ایجاد نکردند. استادکاری که دریافتیش به اندازه دریافتی کارگری تازه کار بود و هنوز هم همان روال را ادامه می‌دهد. انگار قرار نیست هیچگاه روحش را به هیچ خدایی بفروشد. در دود غلیظ شده تریاک که آرام از درز پنجره بیرون می‌خزد، پیمان ماجرای یحیی را بازگو می‌کند. یحیی که چون سایه‌ای همیشه بودش و نبودش. یحیی را فرستادن آبدارخونه. قسمت‌هایی از گفته‌هایش بر اساس شنیده‌هایی بود که راست و دروغشان قابل تفکیک نبود و قسمت‌هایی را از زبان خود یحیی شنیده بود. حتما روایت یحیی از همه روایت‌ها گنگ‌تر و نامفهوم‌تر بوده. پیمان همه روایت‌ها در یک روایت گرد کرده بود. برایم همه را یادداشت کرده بود. می‌خواست بدهد که بعد بخوانم، ولی الان در خلسه سکوت و دخان گفت که برایم می‌خواندش. یحیی همونطور میرفت و میومد، اما براش بهتر شد. دیگه کارش ثابت و مشخص بود و نسبت به قبل سبکتر شده بود. یه تغییر کوچیک توی رفتارش به وجود اومده بود. مثل همیشه از دور برای آشناها دست تکون میداد و لبخند میزد و میگفت چطوری دریا؟ این شد که کم کم لقب دریاقلی به یحیی چسبید. یحیی دریاقلی. یحیی دریاقلی که خیالش از کار راحت شده بود، دست زن و بچه‌اش رو گرفت و از شادگان اومد کوره ها خونه گرفت که نخواد روزی 1 ساعت بره و 1 ساعت برگرده. توی چند روزی که راه پتروشیمی ها را بسته بودن و به سرویس ها اجازه عبور نمیدادن، عده‌ای توی کارخانه گیر افتادن و هر کی هم خونه مونده بود خونه نشین شد تا زمانی که راه‌ها باز شد و چند روزی گذشت و رفت و آمدها عادی شد. اونایی که خونه نشین شده بودن ابراز خوشحالی می‌کردن که چند روزی به اجبار استراحت کردن. اما وقتی جریان یحیی رو شنیدن نظرشون عوض شد. البته همه که نه.
فردای شبی که یگان ویژه و نیروهای امنیتی حمله کردند و معترضین رو به نیزار کشوندن و همونجا سلاخیشون کردن، یحیی از خونه نشین شدن خسته میشه و میزنه بیرون. میبینه خیابون خلوته و دود غلیظ سیاهی آسمون رو پر کرده و پاره سنگ و ریگ و لاستیک‌های نیم سوخته خیابان را گرفته. ته بلوار تانک و زره‌پوش و لنگ‌کروز مسلح به دوشگاه ایستاده. کوره‌ها چنان خلوت شده بود که انگار کل شهرک رو تخلیه کرده بودن. سوز سرما نوک انگشت‌های پاش رو اذیت میکنه. از دوچرخه پیاده میشه. دمپایی‌ها را با پارچه‌ای که دور گردنش پیچونده بود خوش میکنه و نوک انگشتاش رو میماله و بعد دوچرخه به دست از توی سایه دیوار راه میفته و از کنار تانک‌ها و زره‌پوش‌ها رد میشه. افراد یگان ویژه آماده باش عرض کمربندی کوره‌ها را گرفته بودند. یحیی که از حصار یگان ویژه میگذره سوار دوچرخه میشه و آروم آروم پایدون میزنه توی بزرگراهی که پر از سنگ و لاستیک نیم سوخته شده. رد میشه و میفته توی راه کارخونه. میرسه کارخونه. به دروازه پتروشیمی که میرسه حراست میاد جلوش که یحیی چطور خودت رو رسوندی؟ و زنگ میزنن سرشیفت کارخونه. سرشیفت هم میگه بهش بگیم بیاد داخل. حراست میگه با لباس خونه است و لباس کار نداره. اصلا کفش پاش نیست. سرشیفت میگه اشکال نداره، اینجا همه چی هست، همه چی بهش میدم. یحیی تا میرسه داخل سرشیفت در جا 500,000 تومان بهش پاداش میده. از اون ور هم تماس میگیره رئیس کارخونه. رئیس کارخونه هم توی جلسات وزراتی این اتفاق رو اعلام میکنه که ما همچین کارگرایی داریم. توی دود و آتیش و درگیری و بارون با دوچرخه و پای پیاده میان کارخونه. پس اسم یحیی توی همه جلسات رفت و راجع بهش صحبت شد و اعلام کردن برای کسایی که چند روزی توی کارخونه گرفتار شده بودن پاداش در نظر گرفته بشه. اما اونایی که چند روزی توی خونه هاشون استراحت کرده بودن خونشون رو میخوره. بارها گفتن اگه میدونستن اینجوری میشه همون شبونه چکمه میپوشیدن و از توی نیزار میزدن و میومدن کارخونه. البته همه که نه. اما یحیی همچنان وقتی میاد و میره از دور دستی بلند میکنه و لبخندی میزنه و صدا میده چطوری دریا؟ پیمان کلمات آخر را خیلی سخت از میان بغض سنگین بیرون داد. نوشته‌اش را تا کرد و به دستم سپرد. کف دستش را به پیشانی چسباند و چشمهایش را در تاریکی پنهان کرد. من افشین 4 روز توی کارخونه گیر افتاده بودیم. عین 4 روزش را بیدار بودیم. یعنی اصلا نمیتونستیم بخوابیم. داشتیم دیوونه میشدیم. باورت نمیشه شب آخر توی انبار همدیگر رو بغل کردیم و گریه کردیم. باورت میشه افشین گریه کنه؟ جیغ میزد. میگفت همشون رو میکشن. بغضش ترکید و نگذاشت کلمات بیشتری بیرون بیایند. حتما کلمات توان بیان آنچه حس کرده بود را نداشتند. حوادثی از نیزار جراحی ثبت شده توسط خالد. گویش ویدا. تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com فصل 5. بعد از فاجعه زیستن چه معنایی دارد؟ گاه فکر می کنم دلیل همه بیخوابی های زمانی این است که بیداری نوید خواب بهتری را می دهد. آنچنان که لحظات خواب‌آلود پیش از خواب نوید رویای زیباتری می دهد. بینام. چه معنایی دارد؟ رأس ساعت 6:30 صبح از خواب بیدار می شوم. تا قبل از ساعت 7 صبحانه خورده لباس عوض کرده. ماشین را از پارکینگ خارج کرده تا 7:20 به مدرسه می رسم. هر روز صبح. برای چه؟ از کمربندی ماهشهر راهی سربندر می شوم. ورودی و خروجی فاز به کمربندی روبروی شهرک کوره‌ها قرار دارد. مابین کوره‌ها و زنجیر از روی پل روگذر ریل قطار بالا می روم. سقف خانه‌های زنجیر که پر از لاستیک‌ها و ورق‌های آهنی است و راهروهای تنگ بین خانه‌ها که یعنی کوچه‌ها هستند را می بینم. هر روز صبح بعد از زنجیر فرودگاه قرار دارد و بعد از فرودگاه پارکینگ‌های ماشین‌های سنگین و جرثقیل تا پل پتروشیمی. بعد از پل پتروشیمی گاما ظاهر می شود. گاما را هر شب در خوابهایم می بینم. هر شب به شکلی.
از آنجایی که گاما چسبیده به ورودی بزرگراه ماهشهر اهواز، کابوس‌های این چنین می‌بینم. سرهایی که اکثراً کودک هستند و لای چرخ‌های کامیون‌ها گیر کردند. چرخ‌ها روی آسفالت کشیده می‌شوند و زوزه می‌کشند و انقدر فشار می‌آورند که سرها می‌ترکند. یا بلندای ورودی بزرگراه چند برابر می‌شود و روی گاما سایه می‌اندازد و تمامی اتومبیل‌ها روی گاما سقوط می‌کنند. روبروی گاما آن دست بزرگراه ماهشهر سربندر حوضچه‌های خشک کردن آب دریا و گرفتن نمک است و آن سوی حوضچه‌ها کارخانه‌های پتروشیمی سراسر افق را پوشانده‌اند. در کابوس‌هایم اگزوزها و فلرهای پتروشیمی همچون دهان اژدها بر دریا غرش می‌کنند. بخار و اسید و نمک و آتش را بر گاما آوار می‌کنند. انگار هیچ کدام از صنایع و تجهیزات و بزرگراه‌ها و منابع طبیعی در خدمت انسانی که در گاما زندگی می‌کند نیست، بلکه غول‌هایی هستند برای مسموم کردن و از بین بردنشان. بعد از ورودی و خروجی بزرگراه ماهشهر اهواز می‌شود پلیس راه ورودی سربندر. از کمربندی به موازات سچه قطار می‌رانم تا مدرسه. هر روز صبح راه مدرسه را می‌روم و ظهر برمیگردم. راه لعنتی، راه کمربندی، راه بزرگراه، راه اتوبان. اصلاً هر راهی هر اسمی که برش می‌گذارند. همان راهی که روزی 2 بار از رویش می‌گذارم و می‌روم و می‌آیم. از روی راهی می‌روم که نقش برجسته‌هایی بر خود دارد که هر روز با دیدنشان درد می‌کشم. از کوره‌ها تا زنجیر تا گاما تا سربندر، قبل و بعد از پل‌ها، قبل و بعد از زیرگذرها و روگذرها و محدوده‌های حاشیه نشین‌ها. نقش لاستیک‌هایی که سوخته شدند و آسفالت را ذوب کردند، بر عرض خیابان حک شده و ماندگار. وقتی از رویشان می‌گذرم دستاندازی نرم لرزه بر پیکر ماشین می‌اندازد. من هم می‌لرزم وقتی حتی چندین متر ازشان دور شده باشم. هر روز، روزی 2 بار صبح و ظهر، یاد آبان 98 دلم را می‌سوزاند. هیچ راه گریزی ندارم و هیچ راه دیگری نیست تا خود را به مدرسه برسانم. چگونه می‌توانم این نشانه‌ها را ببینم؟ این یادبودها، این بجا مانده ها را ببینم و فکرهایم از آدم‌هایی که در آبان 98 به رگبار بسته شدن خالی شود. بعد طوری که انگار همدیگر را خبر می‌کنند تا یادهاشان زنده شود. قربانگاه جنگ، کشتار دهه 60. خیلی سالها و ماه‌ها و روزها که یادی ازشان در جایی ثبت شده، اعلام شده و خونشان همیشه جوشان باقی مانده. منتظر تلنگری هستند که سر باز کنند و جلوی چشممان زنده شوند. کافی است فقط یکیشان بجوشد، یاد تک تکشان را زنده می کند. پس وادارم می کنند تا دوباره و 100 باره سایت‌ها و کتاب‌ها و هر جایی که بشود اثری ازشان را پیدا کرد را مرور کنم. یادبودهایی که باعث می شوند هیچگاه از رنج تویی نشوم. همیشه حضور و مظلومیت پرابهتشان را تحمیل می کنند. هر صبح با داغ تازه شده به مدرسه‌ای می روم که دانش آموزانش ساکنان همین مناطق حاشیه نشین هستند. هر صبح وارد کلاسی می شوم و برپا و برجا می دهند. پشت میز معلمی می نشینم و به دانش آموزان خواب گرفته نگاه می کنم و نمی دانم از چه بگویم و برای چه بگویم. شب کابوس می بینم و صبح در کلاس تعبیر می شود. در چولانگاهی گیر افتادم، بادلاق فرو می بردم و نیها همچون میخای داغ در تنم فرو می روند و حشرات صورت و دستهایم را پوشانده‌اند. صبح در کلاس می بینم پیشانی و گوش و گردن یکی از دانش آموزان همچون جزامی ها شده. توضیح می خواهم و شرح می دهد که سالک زده. دور تا دور گاما از نیزاری پوشیده شده. مانداب‌های سیلاب‌ها، جزر و مد دریا و نفوذش در خاک، آب‌های زیرزمینی شور بالا می‌آیند و بادلاقی می‌سازند. فاضلابشان را هم حتما لابلای چولان‌ها رها می‌کنند. به یاد دارم مدتی برق چراغ‌های بزرگراه ماهشهر سربندر مشکل پیدا کرده بود و بخش اعظم بزرگراه تاریک شده بود. مدتی دراز خاموش بود و کم کم صدای مردم درآمد که جریان چیست. در حالی بود که کمتر 2 یا 3 کیلومتر آن طرفتر بیشمار چراغ‌های کارخانه‌های پتروشیمی روشن بود. در شایعه‌ها پاسخ هویدا شد که بین شهرداری ماهشهر سربندر و روابط تأسیسات پتروشیمی‌ها بحث است و مسئولیت نگهداری بزرگراه ماهشهر سربندر را گردن یکدیگر می‌اندازند
و هیچ کدام اقدامی برای رفع مشکل نمی‌کنند. چه انتظاری می‌توان داشت که وضعیت فاضلاب گاما به سامان باشد؟ گامایی که همچون ناکجا آباد خرابی هست و نیست. در روزی دیگر دانش آموزی دیگر با چشم‌های کبود و ورم کرده وارد کلاس می‌شود. جویای احوال می‌شوم و تعریف می‌کند چند روز پیش برق نداشتند. برای مقابله با سرما زغال می‌برند توی اتاق. گاز زغال ناکارشان می‌کند. اول چرتشان می‌گیرد و بعد 2 نفر از اعضای خانواده را به کما می‌برد. خودش هم 2 روز است که گیج و منگ است و چشمایش در چشم خانه متورمش لحظه‌ای نمی‌ایستد و دو می‌زند. در حالی که آن سوی کردهایی که آب دریا را می‌خشکانند و شیره نمکینش را می‌کشند، هر شب فلرهای کارخانه‌های پتروشیمی با دهانهای اژدهایی‌شان آسمان را می‌سوزانند. گاما مگر چقدر وسعت دارد؟ فکر می‌کنم یک شب سوختن آن حجم گاز برای 1 سالشان کافی باشد. فقط کافی است 1 شب باران رحمت ببارد تا 1 ماه بوی نار را با خود به کلاس بیاورند. تا روزها با لباسهای گل‌آلود می‌آیند و از کفش‌هایشان پیداست تازه از عمق باتلاق کشیده شده آمدند. باران از سقف و دیوارها وارد می‌شود و دریا از کف می‌جوشد و خانه و زندگیشان را به گند می‌کشد. حتما فاضلاب‌ها هم طغیان می‌کنند. خانه‌های گاما در کنج تقاطع بزرگراه ماهشهر سربندر، ماهشهر اهواز گیر افتاده است. آن سویشان دشت بایری است که میدانی می‌شود برای پیشروی سیلاب و بلندای سطح بزرگراه‌ها اجازه عبور سیلاب‌ها را نمی‌دهند. شب‌های طوفانی گاما در کنج تقاطع گیر می‌افتد و موج‌های پیاپی گردبادها و سیلاب‌ها از دشت به سویشان حمله ور می‌شود. صبح بعد از طوفان باید تا روزها مردار حیوانات را از روی بام‌ها و از کوچه‌های تنگ باتلاقی بیرون بکشند و خانه‌هایشان را که دست کم نیم متری زیر گل و لای فرو رفته را تخلیه کنند. اقداماتی که باید هر سال و هر بار بعد از هر بارندگی انجام دهند. شنیده‌ها و دیده‌ها از کابوس‌های شبانم هولناک‌تر است. توهم هر قدر هم تلاش کند تا راهی برای ترساندنم بیابد، نمی‌تواند دهشتناکتر از آنچه بر سر اهل گاما می‌آید را برایم رو کند. دعواهای خانگی و محله‌ای نیز نشانه‌های خود را دارد. دست‌های شکسته، پاهای آماسیده، زخم‌هایی که بر اثر اصابت مشت و لگد و چاقو ایجاد شده. کتاب نگارش را باز می‌کنم، می‌بندم، باز می‌کنم، می‌بندم، باز می‌کنم. نمی‌بندم، برعکس روی میز می‌گذارمش. چاره‌ای نیست. به یکی از دانش آموزان می‌گویم بخواند، می‌خواند. درس دوم، گسترش محتوا، 1 زمان و مکان. ایده‌ای به ذهنم می‌آید. بگذارم بچه‌ها از مکان و زمان خودشان بنویسند. از مکانی که زندگی می‌کنند، از دنیایی که درش زیست می‌کنند، از حسی که بعد از آبان 98 در خانه‌هایشان حاکم شده. و اصلا چه خاطره‌ای دارند، چه دیدن از شب‌ها و روزهای آبان 98. بگذار همانهایی بگویند که جلوی خانه‌هاشان را از لاستیک‌ها انباشتند و عرض بزرگراه را با لاستیک‌های آتشین بستند. دانش آموز ادامه می‌دهد. درس با تکه‌ای از داستانی آغاز می‌شود که فضای عید پاک را توصیف کرده است. فضایی شاد در روستایی که همه اهالی لباس‌های نو پوشیدند. طبیعت بعد از بارندگی حالتی شاداب و سرخوشانه و دلچسب به خود گرفته و جماعتی به گرد همایی مذهبی روستا می‌روند تا سوروسات عید پاک را راه بیندازند. در ادامه درس اشاره می‌کند که اجزای متن باید چگونه نوشته شود: مقدمه، بدنه، جزئیات و گسترش، جمع‌بندی. و باز مثالی دیگر، این بار به کاشان می‌رود. شرحی بر مراسم گلابگیری می‌آورد. فضا آکنده از عطر و گل زیبایی طبیعت و هیجان برپایی مراسم. و شرح جزئیاتی از جذابیت‌های توریستی شهر و مراسم را بازگو می‌کند. در آخر باز مثالی می‌آورد برای درس فضاسازی در متن. برگی از خاطرات شهیدی در جبهه را آوردند. باران بند آمده بود، اما هنوز از ساقه علف‌ها آب می‌چکید و دشت پر از گودال‌های آب بود. عکس آسمان بر سطح لرزان گودال‌های آب تماشایی بود. انگار صدها آینه شکسته را کنار هم چیده بودند. ابرهایی که هر لحظه به شکلی در می‌آمدند. در مقابل آن آینه‌ها خودشان را برای سال نو آماده می‌کردند. خورشید مثل دخترکی خجالتی از پشت کوه‌ها سرک می‌کشید و سلاح‌ها و کلاه‌های آهنی را برق می‌انداخت.
دهانه توپ‌ها و خمپاره‌اندازها را با کیسه‌های نایلونی پوشانده بودند تا آب به داخلشان نرود. در پشت خاکریز جعبه‌های خالی مهمات و پوکه‌های مسی براق همه جا پراکنده بودند. چند تا از سنگرها را آب گرفته بود و عده‌ای با لباس‌های خیس و گل‌آلود مشغول خالی کردن آنها بودند. صدای خنده‌هایشان با صدای شلپ شلپ آب آمیخته بود. صفحه 48 نگارش 2/11. برای چه به مدرسه می آیم؟ برای چه هر روز تمام مسیری را می آیم که داغ زخم‌های لاستیک‌های آتشین بر جاده‌اش مانده؟ هر روز می آیم مدرسه که این متن‌ها را برای بچه‌ها بخوانم و توضیح دهم. فضای لطیف و بهشتیوار جبهه دل دانش آموزان را آب می کند و ذهنشان را آماده اعزام به جاهایی می کنند که همکنون در حال جنگ هستند یا به زودی جنگ می شود. قبل از روحانی خیال پروراندم که به دانش آموزان بگویم از اوضاع و احوالشان بعد از آبان 98 را بنویسند. اما متن درس تلنگر یادآوری زد که نمی شود به همین راحتی هر حرفی را سر کلاس زد. حالا بر اساس آنچه آموختند باید تکلیفی مشخص کنم تا دانش آموزان بنویسند. شرایط زندگی در جمهوری اسلامی باعث می شود خواه ناخواه جانب احتیاط را رعایت کرد. در چند سالی که به خدمت آموزش و پرورش درآمدم، محافظه‌کاریم شدیدتر شده. با طیف گسترده‌ای از شهروندان در قالب معلم و دانش آموز برخورد دارم که همه با آموزه‌های متفاوتی کنار هم جمع شدند و هر روز بین معلم و دانش آموزان با خودشان، بین معلم‌ها حرف‌ها و اتفاقاتی گفتگو می‌افتد که باعث می‌شود هرچه بیشتر در لاک خودم فرو روم و خشمم را فرو بخورم و هیچ وقت نتوانم از سرسام حاصل لحظه‌ای مجال آرامش بیابم. اواخر مهر ماه بود، درست قبل از کشتار آبان 98. مدیر اعلام کرد که بعد از ساعت کاری معلم‌ها بمانند تا جلسه‌ای در خصوص نظم و انضباط مدرسه برگزار شود. در شروع جلسه مدیر از تجربیات گذشته گفت و چگونگی رابطه معلم و دانش آموز. مثلا در مقطع دبیرستان بچه‌ها غرور دارن و تجربه گرا هستن. میخواهن همه چیز را امتحان کنن. آن هم با وجهی پرشر و شور تا نمایشی باشد برای پوز دادن که شجاعتشان را به رخ بکشن. پس باید خیلی با احتیاط برخورد شود که باعث نشود حس کنن بی احترامی بهشان شده و همچنین طوری سختگیری شود که دانش آموزان نظم و انضباط را رعایت کنند. در ادامه از معلم‌ها خواست پیشنهادات خود را بگویند. معلمی که سابقه بالاتری داشت خواست صحبت کند. یکی از خوی‌های شغل معلمی حرافی است. معلم‌ها که تنها روش تدریسشان سخنرانی است دیگر عادت به روده درازی پیدا می‌کنند. برای همین در دفتر مدرسه، در زنگ تفریح، در جلسات همه همزمان در حال حرف زدن هستند. هرچه سابقه‌ای بالاتر داشته باشند این خصلت شدت بیشتری به خود می‌گیرد. دبیر بیش از 25 سال سابقه داشت. در صحبت‌هایش چندین بار با ظاهری فروتنانه سابقه‌اش را با تأکید بیان می‌کرد. دیگر خصلتشان فروتنی تصنعی است. از آنجایی که خود را فرهنگی می‌دانند و الگوی تمامی دانش آموزان و حتی بالاتر الگوی جامعه می‌دانند، رعایت ادب و احترام برایشان اولویت شده. ولی از آنجایی که حقوق دریافتیشان پایین است و در جامعه‌ای که ارزش‌هایش بر مبنای ثروت اندوخته محاسبه می‌شود زندگی می‌کنند که اتفاقاً به این موضوع نیز واقفند و می‌دانند وجهی در جامعه ندارند، برای کسب ارزش از دست رفته به تکاپو می‌افتند. از سوی می‌خواهند اخلاق را در نظر بگیرند. مثلا باید فروتن بود و در رفتار خضوع داشت، چرا که دماغ متکبر به خاک مالیده می‌شود. و از سوی دیگر برای اینکه به یاد دیگران بیاندازند که انسان‌های ارزشمندی هستند، از سابقه تدریسشان میگویند، از تأثیر معلم در جامعه میگویند و اصلا شغلشان را همسو با قدیسی میدانند. پارادوکس ترسناکی میشود. نمیشناختمش، در مدارس دیگر تدریس میکرد و ساعت کلاس‌هایش هم به کلاس‌های من نمیخورد. اولین برخوردمان بود و هیچ شناختی از وی نداشتم. همزیستی در محیط کار باعث می شود بعد از عادتها رنگ و طرح لباسها شبیه هم شوند. البته در ظاهر نمود بیشتری دارد، پس نمی شود ظاهر را دید و کمی پیش ذهنیت برای خود ساخت.
من هم از سر مدارا و محافظه کاری رنگ لباسم را مثل آنها کردم. ولی فکر نمی کنم خوی آنها را بگیرم. البته سعی می کنم. با منزوی شدن و عدم گفتگو. آنها هم متوجه شدند که قرار نیست بینمان ارتباطی برقرار شود. پیشنهادش را داد. همینجا زیر راپله یک اتاقک بسازین و هر کی اذیت کرد بفرستینش اونجا. هر جلسه‌ای بالاخره تمام می شود. آن جلسه هم تمام شد. وقاحت پیشنهاد چنان بود که بر رفتاری که پیش گرفته بودم استوارترم کرد که هیچ وقت در شرایطی قرار نگیرم تا با معلم پیشنهاد دهنده رو در رو شوم و مجبور شوم سلام و احوال پرسی کنم. پیشنهادش پذیرفته نشد، تنها به یک دلیل: بودجه‌ای برای ساخت و ساز در اختیار نداشتند. دیگر معلم پا به سن گذاشته سابقه بالا خاطره‌ای تعریف کرد که در خاطرش روش تربیتی خود را ارائه داد. دستش را بلند کرد و لبخندی زد که یعنی من با 28 سال سابقه هنوز خود را دانش آموز می دانم. مدیر لبخندش را پاسخ داد و صاحب اجازه خواندش. کتش را صاف کرد و کمی بر صندلی جا به جا شد و قیافه جدی به خود گرفت. تازه مدرسه سمت آخر اسفالت ساخته بودند. یکی دیگر از ریش و موی سفیدها با سر و دست تایید کرد. آره امام باقر، اون موقع حاج حسینی مدیرش بود. معلم خاطر گو سر شوق آمد و با حرارت بیشتری حرفش را ادامه داد. حتما به خاطر دارین که چه دانش آموزایی داشت. یه مش اراذل و اوباش، نزدیک 70% توی کار مواد مخدر بودن. روزی نبود 5 یا 6 تا چاقو ازشون نگیریم. دیدیم اینطور نمیشه، یا دعوا میکردن یا مدرسه رو خراب میکردن. گفتیم اگه همینطور ادامه پیدا کنه خودمون رو هم میزنن. همه حضار داشتن با اشتیاق ماجرا را دنبال میکردن. من و حاجی و رضایی اون موقع دفتردار بود، با خدا بیامرز صادقی معاون پرورشی. حضار همه با هم صلوات فرستادن و فاتحی خواندند و با تأکید فراوان میگفتند که چه مرد پرجذبه و نازنین و کاربلدی بوده. خلاصه ما 4 نفر شدیم یتیم. می نشستیم جلسه می گرفتیم. یکی از دانش آموزایی که هیکلدار و شرور بود رو نشون می کردیم. توی ساعت کلاس ها می کشیدیمش بیرون، می بردیمش توی یه انبار پشت ساختمون مدرسه. در رو می بستیم و 4 نفره می افتادیم به بختش. تا می خورد می زدیمش. طوری که خودمون به نفس می افتادیم. یعنی 4 تایمون خسته که می شدیم ولش می کردیم که بره. یعنی از ترم دوم دیگه مدرسه آروم شده بود. دیگه از کسی صدا هم در نمی اومد. 1-2 تا از دبیرها به تایید گفتند که تا 2-3 سال بعدش که رفته بودن به مدرسه امام باقر، نظم و انضباط مثال زدنی را شاهد بودند. هر روز که به مدرسه می روم اتفاق ریز و درشت زیادی پیش می آید یا از دیگران می شنوم. سرایدار مدرسه برایم تعریف کرد از دبیر تازه بازنشست شده‌ای که در تمامی مراسم‌های دولتی، چه سور، چه سوگواری، چه راهپیمایی، چه هر مزخرف دیگری شرکت می کند. با لباس پلنگی بسیجی‌ها و پرچم به دست در میان جمعیت می ایستد تا عکسش را بگیرند و در گروه‌ها و سایت‌های آموزشی و خبری منتشر می کند. سر کلاس دانش آموزی از سر شیطنت پرسیده بود که نظرتان راجع به خودارضایی چیست؟ دبیر بسیجی هم از کوره در می رود و با تشر جواب می دهد که هر غلطی دلتان می خواهد بکنید. هر چقدر دلتان می خواهد جق بزنید. دانش آموز رفته بود اداره و اطلاع داده بود که آقای فلانی سر کلاس گفته استمناء ایرادی ندارد و هر از گاهی انجامش نشاط آور است. معلم بسیجی خاطی را به حراست اداره احضار می کنند. چندی از دانش آموزان هم که موقعیت را مناسب می بینند از فرصت استفاده می کنند و شیطنت را ادامه می دهند و بر علیه دبیر شهادت می دهند. دبیر بسیجی توبیخ می شود که تا چند ماه اجازه ورود به هیچ مدرسه‌ای را ندارد. با وساطت مدیران و معلم‌های دیگر و تعهدات کتبی و شفاهی دبیر خاطی بخشوده می شود. ولی همچنان به شرکت در مراسم‌ها و عکس گرفتن‌هایش ادامه می‌دهد. پس برای اجرای ایده‌هایم مجبورم بسیار محتاط باشم که سوءظنی ایجاد نکند. در میان این همه مخفی کاری که نمی‌دانم حاصلش چه خواهد شد، پیامی ارسال می‌کنم که آیا کسی دریافتش می‌کند یا نه. بعضی وقتها آنقدر در پیله استعاره‌ها و نشانه‌ها فرو می‌روم که وقتی کمی مکث می‌کنم و به خودم می‌آیم از کارم خنده‌ام می‌گیرد. اصلا چه کاری انجام میدهم؟ اصلا مگر سودی هم دارد؟ انگار فقط میخواهم کمی خودم را راضی کنم که بله، انگار کاری انجام دادم
و چه کار روشنگرانه‌ای هم کردم، ولی در واقعیت فقط عملی اخته است. بازی بی سرانجام که تنها کهولت به بار می آورد و سرسام همه هست و هیچ نیست. گفتم حالا شما هم بنویسین. از فضایی بنویسین که توش زندگی می کنین و تجربهش کردین. فضای خونه، کوچه، محله‌هاتون رو توصیف کنین. همه فقط نگاهم کردن. سکوت کردم. هیچ کس هیچ واکنشی نداشت. فقط سکوت بود و خیره شدن. دستهایم را به هم کوبیدم و گفتم یالا دیگه بنویسین. معلوم بود الکی سرهایشان را در دفترهایشان فرو کردند. زیر چشمی همدیگر را میپاییدند. یکی پرسید آقا میشه از جایی که سفر رفتیم بنویسیم؟ احتیاط باعث میشود کمی عقب نشینی کنم. اگر بر ایده‌ام پافشاری کنم ممکن است سوء ظن ایجاد کند. چرا باید حتما از این موضوع بنویسیم؟ گفتم باشه بنویس. انگار گشایشی برای دیگران هم به وجود آمد. به تکاپوی افتادن. عده‌ای مشغول نوشتن شدند. شروع شد. راه‌های جدیدی پیش کشیدن و نجواهای رد و بدل شد و ناگهان سکوت. سرها پایین بود و خودکارها با سرعت پیش می‌رفتند، ولی چند نفری لابلایشان هنوز بلا تکلیف مانده بودند و سر در هوا. برای اینکه تمرکز بقیه به هم نخورد گیر نمی‌دهم تا سر فرصت. 10 دقیقه می‌گذرد و از 9 همهمه‌ها آغاز می‌شود. یعنی عده‌ای نگارش را به اتمام رساندن و فرصت پیدا می‌کنند با بغل دستیشان صحبت کنند. چند بار با پشت خودکار بر میز می‌کوبم. کمی سکوت را برمیگرداند، اما فایده ندارد. چند باره وزوزه‌ها شروع می‌شود. درخواست می‌کنم هر کسی نوشتنش تمام شده بخواند. دست‌ها بلند می‌شود و یکی یکی اجازه می‌دهم و می‌خوانند. اولی از سفرش به مشهد می‌گوید و حرم امام رضا را توصیف می‌کند. دومی از قم می‌گوید و از حرم معصومه. سومی از شاه چراغ شیراز. چهارمی از اردوی راهیان نور می‌گوید که به شلمچه رفته بودند. می‌گوید و حال هوا و فضای شلمچه را توصیف می‌کند. فضای خیلی خوبی بود. خیلی آرامش بخش بود. صدای نوحه و قرآن توی صحرا می‌پیچید. آدم خود به خود گریه‌اش می‌گرفت. هر کسی می‌رفت روی خاکریزها می‌نشست. زن و مرد، پیر و جوان گریه می‌کردند. زنها علنگو و گوشواره‌هایشان را می‌ریختند پشت خاکریزها. چند تا تانک سوخته بود که همه می‌رفتن عکس می‌گرفتن. اجازه نداشتیم از گروه جدا شویم. راه‌های عبور حفاظت شده بودند. فقط باید توی مسیرهای مشخص حرکت می‌کردیم که دور تا دورش را حصارهای سیم خاردار کشیده بودند. می‌گفتند خطرناک است چون ممکن است پایمان روی مین برود. هنوز از جنگ مین‌های خنثی نشده در بیابان‌ها پیدا می‌شود. اولین کاری که کردیم وضو گرفتیم چون می‌گفتند بر خاک مقدسی پا گذاشته‌ایم. نماز جماعت خواندیم. اعلام شد تا وقتی در شلمچه هستیم باید هر نیم ساعت وضویمان را تمدید کنیم. دیگری از پیاده روی اربعین نوشته بود. مسیری که از ماهشر تا آبادان تا شلمچه و در خاک عراق طی کرده بودند. تا بصره، تا دیوانیه، تا نجف. نه، آنچه می‌خواستم نشد. البته نمی‌دانم واقعاً چقدر اهمیت دارد. حالا از خانه و محلهشان نگفتن که نگفتن. اگر می‌گفتن چه می‌شد؟ شاید بهتر می‌بود بیخیال می‌شدم و همین روال را ادامه می‌دادم تا هر کسی هر چه دلش می‌خواهد بگوید. اصلا شاید بهتر بود از لحظه‌های خوشیشان بنویسند و توی رویاهای لذت بخش فرو بروند و از فلاکت‌هایشان کمی فاصله بگیرند. به قولی بگذار نوجوانی و جوانیشان را بکنند. بگذار خوش باشند. کار درست کدام است؟ اصرار به چه کاری کنم که انگار همه کارها بیهوده است؟ یکی پرسید آقا ما چی بنویسیم؟ ما که جایی نرفتیم. لحظه‌ای که دنبالش بودم پیش آمد. گفتم لازم نیست جایی رفته باشی. همون اول صحبتام گفتم از مکانی بنویسین که میشناسین. از اتاقتون، از خونتون، از محلتون. تیکه پرانی را شروع میکنن، اما تیکه پرانی ها از نوع شلوغکاری و همهمه نبود. شرم بود همراه با پوزخندهای عصبی. زیر لبی حرفهایی میزدن که شنیده میشد. آقا خجالت میکشیم. آقا چیه؟ زشته. از چیش بنویسیم؟ آقا محله ما گوهابگیریه نه گلابگیری. یکی جرأت بیشتری به خود داد و بلندتر گفت انگار که بخواهد بازخواستم کند. آقا برای چی باید از محله و خونمون بنویسیم؟ دقیق متوجه نشدم حرفش برآمده از چه حسی بود. خشم، شیطنت، فرار از انجام تکلیف و یا فقط همین معنایی که دنبالش بود. برای چی؟ بی تردید باید محافظه‌کارانه پاسخ می‌دادم. ولی چرا خودم را گول بزنم؟ نه جوابش را به واقع می‌دانستم
و نه جز جواب محافظه‌کارانه پاسخی بلد هستم. گفتم اول که هر کسی هر چی دوست داره بنویسه. دوم اینکه راهنمایی کردم برای کسایی که جایی نرفتن. بهترین گزینه منطقه‌ایه که در موردش آشنایی بیشتری دارن. پس راحت‌تر میتونن راجع بهش مطلب بنویسن. دانش آموزها دل و جرأت پیدا کردن. دیگری گفت آقا زشته منطقه ما پر از گند و کثافته. توی گاما هستیم و هیچ چیز قشنگی نمیشه در موردش نوشت. انگار من هم دل و جرأت پیدا کرده بودم. گفتم شما وقتی دارین از منطقه‌تون مینویسین میتونین از مشکلاتی که دارین و از کمبودهایی که دارین هم بنویسین. تمرینیه که بتونین از مشکلاتتون با دیگران حرف بزنین و حتی نسبت به کمبودها نامه‌های اعتراضی بنویسین. یکی بلند خندید. آقا ما اینا رو مینویسیم و میاریم اینجا برای شما میخونیم. واقعا چه فایده‌ای داره؟ تازه همه میدونن وضعیت جایی مثل گاما چطوره. اصلا چرا راه دور میریم؟ همینجا پشت همین مدرسه که داریم داخلش درس میخونیم میدونین چقدر آدم بدبخت هست؟ تا بلند شدم که توی کلاس راه بروم یک دفعه کلاس ساکت شد. سکوت و فقط سکوت و صدای جیر رژه رفتنم شنیده میشد. گفتم شما اینجا دارین تمرین میکنین. سعی کنین هرچی توی کتاب گفته رو تکرار نکنین. یک خوردم ولی گفتمش از اولویت‌ها پایبندی به کتاب‌های درسی است. هر کسی سعی کنه از تجربه‌های شخصی خودش بنویسه. توی کتاب مثال میزنه که بحثی رو که میخواد بگه رو برای شما روشن کنه. اصلاً بیان یه کاری کنیم. من از گاما شناختی ندارم. هر کسی هر چی در مورد گاما میدونه رو بنویسه. همه فقط در مورد گاما بنویسین. باز هم نگاه کردنها، سر زیر انداختنها، زیر چشمی نگاه کردنها. یکی پرسید آقا ما فقط میدونیم کجاست. فقط همین. اصلا در مورد چیزی نمیدونیم. گفتم منم چیزی نمیدونم. اصلا یه کاری کنیم. این کلاس رو برای همین به این موضوع اختصاص میدیم. قدم اول این که اصلا بگیم گاما کجاست. یه مختصات کلی ازش در بیاریم. یکی دست بلند کرد. اشاره دادم صحبت کند. از سربندر به سمت ماهشهر، بعد از پلیس راه، بعد از ورودی بزرگراه اهواز، سمت راست. مجموعه پتروشیمی های ماهشهر از دور پیدا هستند. نزدیکتر، کنار جاده، دریاچه نمکگیری، دریاچه ها از آب دریا پر میشن. یکی دیگر دست بلند کرد. ها آقا راست میگه. نور آتشینشون اونقدر بلنده که وقتی برق خونه هامون میره تا توی خونه هامون رو روشن میکنن. دیگری گفت آقا یکی از آشناهامون تعریف میکنه بعضی از بچه‌های گاما میرن از حوضچه‌های نمکگیری کیسه پلاستیکی پر میکنن میارن کنار پلیس را میفروشن. آقا راست میگه برادر خودم یکیشونه. آقا چیکار کنه؟ این همه پتروشیمی از صبح تا شب کنار جاده میشینه کیسه نمک میفروشه. تازه اگه کسی ازش بخره. آقا اصلا اهمیتی نداره که بفروشه یا نفروشه. همش بهونه است که فقط تو خونه نمونه. هر روزی 2 بار از جلوی گاما میگذرم. یک سمت دریاچه و پتروشیمی، یک سمت گاما که لای نیزار مدفون می شود. بچه‌ها گفتن هیچ گونه مرکز بهداشتی، خدماتی، درمانی در گاما وجود ندارد. خطوط قطور انتقال گاز از کنارشان می‌گذرد ولی خودشان گاز ندارند. همچنین دبستانی مخروبه دارند. در مقاله‌ای از سایت انسانشناسی و فرهنگ به نام گاما منطقه صفر زندگی به قلم اسماعیل خوانده بودم. حدود 900 تا 1000 نفر جمعیت دارد و حدود 40 تا 45 سال قدمتش است. نخستین بار این منطقه پیرامون شرکتی به نام گاما به وجود می آید که کارگران روزمزد رده پایین که برای شرکت کار می کردن در آن ساکن بودند. یکی از دانش آموزها پرسید آقا این میگه ما اصالتا آبادانی هستیم پس توی گاما چی کار میکنن؟ خواستم خودش توضیح بدهد و توضیح داد. آقا زمان جنگ اومدیم گاما این رو بابام تعریف کرده. زنگ خورد. توضیحش ناقص ماند. بچه‌ها هیاهو کردند. عده‌ای به سمتم آمدند و عده‌ای بدو بیرون رفتن. میان شلوغی که دورم کرده بود دستی آمد و برگه‌ای توی کیفم چپاند. تا سر گرداندم میان دانش آموزها گم شده بود. اما دستخطش را شناختم. تا وارد دفتر شدم نشستم به خواندنش. از پشت دود و شعله تایرهای میان اتوبان، شعله‌ها و چراغ‌های پتروشیمی‌ها به ردیف روشنند. به بچه‌ها نگاه می‌کنم که تایرها را می‌گردانند تا کنار آتش. 3 پیرزن تایر به دست کنار اتوبان ایستادند. از تایرهای کهنه‌ای که روی بامشان می‌گذارند هستند. چون پول ندارن ایزوگام کنن، پلیت و پلاستیک روی سقف فرش می‌کنن
و تایرها را رویشان می‌چینند که یعنی مقاوم شود در مقابل طوفان خاک و بارانی که ببارد. حضرت بر مسند قدرت نشسته در سخنرانی بعد از ظهر قبل از کشتار آبان 98 اعلام کرد نیروهای امنیتی کار را تمام کنند. با خودم 1000 بار تکرار کردم امشب همه‌شان کشته می‌شوند. پسری دیلاق بیلی 2 برابر خودش را روی دوش گذاشته بود و صورتش را پوشانده بود. دنبوکه کرده بود. آماده باش بود تا ماشینی می‌آمد 2 نفر دیگر را صدا می‌زد. می‌دویدند و جلویشان را می‌گرفتند. چراغ‌های اتوبان خاموشند. برای همین چراغ‌های جاده‌ای که به سمت پتروشیمی می‌رود پرنورتر از همیشه به نظر می‌آیند. گاما، زنجیر، کوره‌ها، گرگر، شهرک مدنی، اصلا کل معاشر و سربندر در مقابل ابوالهول آهنی پتروشیمی چیزی به حساب می‌آیند. نه، اشتباه کردم. این بچه‌ها خیلی وقت از مردن. امشب خیالشان راحت می‌شود. دیگر خواسته‌ای از کسی ندارند. وقتی سالهاست آب گل را در لوله‌های شربشان ریختند، یعنی ای کسانی که در این مکان زندگی می‌کنید، اولویت ما جان شما نیست. وقتی جیوه به همراه پساب‌های شیمیایی در دریا ریخته می‌شود، به خاک نشست می‌کند، در نفس کشیدن‌هایمان نفوذ می‌کند، همه منابع زیستی را آلوده می‌کند، یعنی اولویت ما جان آدم‌های این سرزمین نیست. درآمد و سود خودشان اهمیت دارد. این بچه‌ها وقتی کشته شدند که با درآمد پتروشیمی فشنگ ساختند، انواع فشنگ، فشنگ کلاشینکوف، تیربار، دوشگاه. امشب میآیند شکم‌هایتان را پر از فشنگ می‌کنند تا سیر شوید از زندگی، از همه نداشته‌ها، از همه بیماری‌ها، از همه گشنگی‌ها. تهی شدم، فقط زیر لب زمزمه کردم من درد در رگانم، حسرت در استخوانم، چیزی نظیر آتش در جانم پیچید. حوادثی از نیزار جراحی ثبت شده توسط خالد. گویش ویدا. تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com فصل 6. نیازها معنای انسان را تعریف می‌کنند. وقتی که حرفی ندارم در جواب بگویم، اختیار نگاهم را از دست می‌دهم. چشم‌هایم به جای من حرف می‌زنند و عجیب که پاسخم می‌گیرند. هرچند بی ربط، هرچند ناکافی، بینام. سالی گذشت از هفته‌ای که باعث شد تأثیری عمیق در نگاهم به زندگی زده شود. همچون لکه‌ای گرد و سیاه به جا مانده از فشردن ته سیگار بر کف دست یا خطی که خطوط رگ را روی مچ دست قطع کرده است. لحظه‌ای تصمیم گرفته می شود که با هر آنچه درگیرش بودم درگیرم کرد. حسی همیشگی درونم به وجود آورد. حس هر آن در منجلا فرو رفتن. ارتباطم را از بین ببرم، خودم را ببرم تا شاید بشود که بتوانم نفسی بکشم. در آن لحظه کندن نیازمند نیروی کلانی از اراده هستم. تاول خشک شده سیاه یا خط برجسته گوشتی مرز یادآوری لحظه‌ای است که تصمیمی گرفته می شود که یعنی دیگر نمی خواهم هر آنچه پشت آن مرز انجام می دادم را تکرار کنم. بعد کافی است گذشته یادآوری شود. همه اسمها، شخصیتها، سرزمینها، شغلها و غیره. همه آنچه به زندگی انسانها مربوط است. معنایی دیگرگونه می‌یابند. زندگی 2 خطی که از کاف می‌دانم این روزها 1000 بار به یادم می‌آید، در حالی که کاف را تنها 3 بار دیدم و بود و نبودش مثال تمامی آشنایانی است که ممکن است توی زندگی همه‌مان بیایند و ساعتی و روزی را در کنارشان سپری کنیم و بعد هر کسی برود پی زندگیش و هیچ ربطی به هم نداشته باشیم. اما تکرار بعضی وضعیت‌ها باعث می‌شود نه قضاوت بلکه نوعی توجه را برانگیزاند. چه اتفاقی در حال وقوع است؟ و بعد سالی می‌گذرد و انسانی آشنایی را ملاقات می‌کنم. این که از او شناخت کمی بیشتر از 2 خط 4 خط دارم تعریف می‌کند از ایده هایی که دارد. فقط سکوت می‌کنم چون مواجه شدم با شاهدی دیگر. کاف. آنچه از کاف توی 2 یا 3 ملاقاتی که داشتیم به یادم مانده. شوخی‌هایش بود با کسی که از طریق او با هم آشنا شدیم. شوخی‌هایی در راستای تخریب و زیر سوال بردن رفتارها و گفته‌های یکدیگر. کسی که کاف را معرفی کرد
قبل از اولین ملاقاتمان خلاصه‌ای از زندگی گذشته‌اش را برایمان تعریف کرد. هر از گاهی که یادش می‌کردیم، دوست مشترکمان اتفاقاتی که درگیرش بود را برایمان شرح می‌داد. کاف اهل تبریز بود. یکی از استعدادهای عجیبش در یادگیری زبان بود. غیر از فارسی به ترکی، کردی و عربی مسلط بود و نه تنها زبانها را خوب می‌آموخت، بلکه دریافت عمیق فرهنگی نسبت به زبان را هم دریافت می‌کرد و به کار می‌برد. مثلا لهجه و اصطلاحات بومی و غیره. اصالتش کرد بود ولی ساکن تبریز بود و زن داشت و 2 فرزند. خرج زندگی را با تاکسی در می‌آورد تا اینکه روزی به خانواده‌ای برمیخورد که از عراق آمده بودند. پدر پیرشان را برای معالجه به تبریز آورده بودند. کاف با آنها گرم می‌گیرد. اخلاقش همین جوری هست. شاید برای همین هم قدرت زبان آموزیش بالاست. پیرمرد از کاف خوشش می‌آید، چرا که به خوبی پذیرایشان می‌شود. کاف نقش راهنما و مترجم را برایشان بازی می‌کند. از کاف می‌خواهند چند روزی که تبریز هستند را با آنها بگذراند و در اختیارشان باشد. روز آخر پیرمرد خودش را معرفی می‌کند که تاجر است و به کاف پیشنهاد می‌دهد که اگر تمایل داشته باشد می‌توانند همکاری بیشتری با هم داشته باشند برای صادرات هر گونه مواد خوراکی به عراق و سوریه. بعد از آن زندگی کاف متحول می‌شود. ابتدا از شادگان تا بوشهر به دنبال خرما می‌گردد. بعد حاشیه دریای خزر را برای ارسال برنج زیر و رو می‌کند. هر از گاهی وقتی یادش می‌افتیم از طریق کسی که با کاف آشنا شدیم خبری دریافت می‌کنیم. فلانی به دنبال فلان خوراکی است برای صادرات به عراق و سوریه. زندگی کاف بخشی که مربوط به تحول در شغل و ایجاد فضای متفاوت اقتصادیش می‌شود به همین سادگی پیش می‌رود و تبدیل می‌شود به خبری که هر از گاهی می‌شنویمش. چون آنچه ما را به کاف مربوط می‌کند چیزی جز این نیست. کاف تبدیل شده به سوژه و مثالی که کارآمدی شانس و اقبال را نشان می‌دهد. اما اکنون هنوز بعد از گذشت 1 سال از آن هفته تنها واکنشم نسبت به این موضوع که هر کسی هر تصمیمی برای زندگیش می‌گیرد این است که درست است و حق دارد. نیازها روش و مسیر زندگی هر کسی را مشخص می‌کنند. چگونه می‌توان دیگری را قضاوت کرد؟ کسی که برای رفع نیازهای اولیه زندگیش سعی می‌کند دست به یک سری اقدامات بزند، در حالی که قضاوت کننده در خودش هیچ مسئولیتی برای برطرف کردن قضاوت شونده نمی‌بیند، از سوی دیگر خودش هم در رفع نیازهای اولیه‌اش درمانده، چه برسد به اینکه دست یاری باشد برای دیگری. این نیز توجیهی است بر رفتار قضاوتگر که وسعش همینقدر است. فقط می‌تواند بیرون گود بایستد و اظهار نظر کند. آن هفته را از شب دومش بازگو می‌کنم، چون در شب دوم داشتم به 2 روز گذشته‌اش فکر می‌کردم و دنبال راه چاره‌ای برای ناامیدیم می‌گشتم و در ادامه اتفاقات 3 شب بعدش هولناک بود. در آخر پایان هفته دریچه‌ای باز شد و توانستم کمی نفس بکشم. شب دوم تلنگرهای اولیه بود و داشت در مغزم وسعت می‌گرفت و رسوخ می‌کرد که انگار فقط یک پاسخ برای عملکردها وجود دارد. هر کسی هر کاری برای بقایش انجام می‌دهد حق دارد. شرایطش ایجاب می‌کند تن به هر کاری بدهد، هرچند خودش هم راضی به آن کار نباشد. نیازها برایشان تصمیم می‌گیرند. من که نمی‌توانم نیازهایشان را برطرف کنم. چگونه می‌توانم حرفی بزنم و انتقادی بکنم و در آخر حکمیم صادر کنم؟ کرج بودم، منتظر بودم دوستی که در راه بود برسد. از خوزستان آقا جاری به دیدنم می‌آمد و چند روزی میهمانم می‌شد. گوشی را برداشتم و رفتم کنار پنجره و شماره نیا را گرفتم. تا پنجره را باز کردم صدای بوق توی یک گوشم پیچید و صدای جیغ و ناله‌ای در گوش دیگرم. ابتدای کوچه آن دست خیابان کارگاه حفاری بود. برای ساخت ایستگاه مترو مشغول به کار بودند. جیغ کشیده می‌شد و در فرود به ناله‌ای کشدار بدل می‌شد. حرکت ممتد بیل‌های مکانیکی و تسمه‌ها. نمی‌دانم آن شب چقدر سیگار کشیدم. از سینه درد متوجه شدم که حتما زیاد کشیدم. ذهنم پر شده بود از اینکه زمان می‌گذرد. چند سال؟ 3، 4 یا 5 و حتی 6. حتما سال‌هایی که تعدادشان بیشمار می‌شوند. نوشته‌هایی می‌مانند که حتما فجیع به نظر می‌آیند، زیرا برآمده از فکری افسرده و شرمگینند.
اکثر چراغ‌های واحدهای آپارتمان‌های روبرو خاموش بودند و آنهایی که روشن بودند تنها توان روشن کردن قاب پنجره‌هایشان را داشتند. چراغ‌های جلوی درهای ورودی آپارتمان‌ها تنها نیم متریشان را روشن می‌کردند. به اندازه‌ای که از دوربین آیفون بشود تشخیص داد چه کسی پشت در ایستاده. کوچه بنبست از طبقه 4 تاریک‌تر و باریک‌تر به نظر می‌آمد. تلفن را جواب داد تا 2 ساعت دیگر می‌رسید. فراز و فرود جیغ‌ها و ناله‌ها نظمی یک نواخت داشت. مولودی محزون و تکرار شونده، ایجاد کننده خلسه. خلسه دریچه‌ای می‌شود با نیروی مکنده تا ذهن را برگرداند به خیال پردازی‌ها و افکار چه باید کرد. از هر کجا و دوره‌ای که تاریخ مکتوب وجود دارد، در نگاشته‌های فلسفی و سیاسی همین بوده تا به امروز. متن‌های از رنج و منفعت طلبی. انگار همین تکرار مکرر تاریخ است که دستهایم را از داشتن اراده تهی می‌کند. فارغ از مکتوبات، در دیده‌ها، در شنیده‌ها، در تجربه‌های شخصیم، در تجربه‌هایی که از اطرافیانم دریافت می‌کنم، اتفاقات پیش آمده بروز شده‌ای از تاریخ جنایت هستند. چنین می‌شود تا شکی نماند که جبر ساخته دست بشر قوی‌تر از هر قضا و قدری است. در نتیجه تنها محصول دانسته‌هایم می‌شود هر کس هر کاری کند حق دارد و نمی‌شود از عملکرد کسی خرده‌ای گرفت. سیگاری دیگر روشن کردم، عمیق‌تر پک زدم. گردن کشیدم تا سر کوچه که لابلای شاخه‌های تک سروها یا کاج‌های هر حیاط گم شده بود را ببینم. در تاریکی تنها توانستم تصور کنم بیل مکانیکی در حرکتی کند و پیوسته در حال گود کردن و خاک برداری است. باز تعریف ماجرایی، ثبتش و انتقالش به آیندگان چه فایده دارد؟ اصلا چرا آینده و نسل‌های بعد نشانه گرفته شود؟ همین دوستان و آشنایان و نزدیکان چه تأثیری بر آنها خواهد داشت؟ بیان جنایات جنگی، هویدا شدن اسرار حکومت جنایت پیشه، به گذشته دور هم لازم نیست اشاره شود. در دنیای امروز چه روشنگری‌ها که نشد، ازدحام خبر از انواع و اقسام رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی که دست‌های پشت پرده خیلی‌ها را بیرون کشیدند. در نهایت چه شد؟ در ظاهر انگار ذهنم در به یاد آوردن حوادث مغشوش بود، ولی میشد خط اتصالشان را دریافت کرد. درگیری فکریم از زمانی شروع شده بود که از تصمیم دختری که 1 سالی میشد میشناختمش باخبر شدم. وقتی درگیر موضوعی میشوی یا در بطن حادثه قرار میگیری، متوجه میشوی دیگرانی هم هستند که درگیر همان وضعیت شدند و این باعث میشود یکه بخوری. الان که 1 سال از قرار گرفتنم در آن موقعیت گذشته و در حال بررسی دوبارش هستم، متوجه نکته‌اش شدم، اینکه این موقعیت زیاد هم امر غریبی نیست، چرا که جریانات کاف چند وقت قبل‌ترش بود. به لحاظ بعد زمانی زیاد هم دور نبود. تصادفی یا خرافه نیست که از مورد عین نیز چند وقتی بعدش مطلع شدم. نکته در اینجاست، بازه زمانی مطلع شدن از وقایع را می شود تشخیص داد. آدمی آدم‌های درگیر اتفاقات مشابه را در زمانی که خودش درگیر همان اتفاقات است را بیشتر می بیند. بیانگر این حقیقت است که اتفاقات مشابه خواست همین دوره است که بالاخره گریبان من را هم گرفته بود. الان پس از 1 سال می توانم با فاصله ماجرا را بازنگری کنم و متوجه همه‌گیری موقعیت و موضوع شوم. دیگر نکته این که برخورد با کسانی که در موقعیت مشابه هستند باعث می شود ابعاد دیگری از ماجرا برایم روشن شود. دختر جذابی بود، یعنی عجیب بود که به نظرم جذاب می آمد، چون وقتی به چشمهای فرو رفته‌اش نگاه می کردم یا یاد چانه فربه‌اش می افتادم یا بازوهایش که بیحال بودند و لولاهای آرنج و زانوهایش انگار چفت و بست درست و درمانی نداشتند. اگر تنها به جزئیات اعضای بدنش فکر می کردم، اصلاً جذابیتی درش نمی دیدم. ولی وقتی فاصله می گرفتم و او را در یک کل منسجم می دیدم برایم جذاب می شد. ویژگی عجیبی بود و برایم غیر قابل حل. این ویژگی در رفتارش نیز نمود داشت. دختری که به هیچ وجه دلم نمی خواست نزدیکش شوم. در جزئیات رفتارش نوعی بی‌توجهی بود که باعث می شد حس کنم اگر کمی نزدیکش شوم مورد بی‌احترامی قرار می گیرم. ولی دورنمایش از او برایم دختری علاقه‌مند به هنر و ادبیات ساخته بود و بشاش بودنش منحصر به فردش می‌کرد. بی خیال و بی هوا می‌گفت و می‌خندید و در هر جمعی بی هیچ ملاحظه‌ای خوش می‌گذراند. برای همین مدت کوتاهی را می‌توانستم با او رابطه نزدیکی داشته باشم.
یعنی در 1 سالی که با هم آشنا شده بودیم چیزی حدود شاید 1 ماه و حتی کمتر برای هم وقت گذاشته بودیم. به خاطر همان جزئیات رفتاری که برای من زننده بود باعث می شد که مثلا 2 یا 3 روزی نزدیک شوم و ناگهان 1-2 ماه فاصله بگیرم. برای همین در 1 سال روی هم رفته تنها 1 ماه یا کمتر با هم رابطه مسالمت‌آمیزی داشتیم. اصلا دوست ندارم از خصلت‌های خوب و بدش بگویم و اینکه چه شد که باعث شده بود رابطه‌مان به این شکل در بیاید، چون احساس می‌کنم مسئله به یک رابطه دختر پسری تقلیل پیدا می‌کند و همه چیز شخصی می‌شود. در اینجا رابطه شخصی من اهمیت ندارد، بلکه مواجه شدن آدمی با نیازهایش است و چگونه برآورده کردنش. شروع آشناییمان از کاموگوف و بوکوفسکی. پیشنهاد دادم مستند برای سما وعدالخطیب را ببینیم و فیلم داستانی زندگی پنهان ترنس مالیک. کلی گریه کردیم. او می‌دانست و با هم چیزهای بیشتری دانستیم. ولی زنده ماندن نیازهای دیگری دارد. سیگار چندم را دود می‌کنم. با خود می‌گویم حق داشت. چه کسی قرار بود زندگی و نیازهای مادی و مالیش را به دوش بکشد جز خودش؟ آن پیرمرد هم حق داشت. راه و روش صادرات را می‌دانست. روابطش را داشت. سرمایه‌اش را داشت. سالها کارش بود که به کشورهای عربی خرما، زعفران و آبلیمو و هر خوراکی دیگری را بفروشد و ادکلن و لوازم و آرایش وارد کند. موقعیتش را داشت که زیر بالهای چند دختر جذاب مثل او را بگیرد. پیرمرد و دختر جوان، هر کدام برای رفع نیازهای خودشان تلاش می‌کردند. من هم راهی ندارم جز اینکه حق را به هر دویشان بدهم. به واقع چه کاری از من برمی‌آید؟ برایش چهره‌اش را تابلو فرش کرده بود. برایش از شهری به شهر دیگر می‌آمد و حتما با دستی پر می‌آمد. شاید اینطور که پیش می‌رفتند دیگر لازم نبود آنقدرها هم زحمت بکشد و دست به کار و درگیر صادرات شود. نه سرمایه داشت، نه از چم و خم کار سر در می‌آورد. باید از تنها سرمایه‌اش استفاده می‌کرد، زیبایی و جوانی. برایم گفته بود که خر پیرمرد تا کجا می‌تواند برود. با زد و بندهایش توانسته بود دختری از ماهشهر را در اولین دوره مسابقات استعدادیابی تلویزیون ملی عصر جدید قهرمان کند. آن هم دقیقاً بعد از کشتار نیزار جراحی. این عنوان به ماهشهر اهدا می‌شود. اینها را که دیگر خود او گفت، با آگاهی و سلامت کامل. من چه می‌توانم بگویم؟ من چه می‌توانم بکنم؟ من چه آگاهی رسانی می‌توانم بکنم؟ برایم تعریف کرده بود چند سال پیش به کلاس‌های نقاشی و طراحی استادی در سربندر می‌رفت. استاد الف جیم که ضمن نزدیک به یقین می‌رود که با اطلاعات زد و بند دارد، سر و کله پیرمرد پیدا می‌شود. برای یادگیری نقاشی و طراحی پیرمرد بی سر و صدا ترمی را می‌گذراند. روابطش با بقیه هنرجوها در حد همان کلاس بود و خوشوبش‌های معمول. تا جلسه پایانی ترم اولش استاد الف جیم از طرف پیرمرد اعلام می‌کند که برای جشن پایانی ترم اولی که آمده بچه‌ها را به اردویی دعوت می‌کند. آخر هفته پنجشنبه و جمعه ساحل بندر امام حسن. بعد از اردو و شروع ترم جدید همه چیز تغییر می‌کند. تمامی هنرجوها و حتی خود استاد الف جیم به گردش می‌گردند. دیگر هیچ وقت ندیده بود قلمی بردارد و خطی بکشد. کارگاه استاد الف جیم شده بود پاتوقش. هر وقت سربندر بود تمام بعد از ظهر را در کارگاه می‌گذراند. در سال تقریباً 4 ماه خارج از کشور بود و 4 ماهش در شهرهای دیگر بود و باقی سال را سربندر. کم کم روابطش با هنرجوها از کارگاه به سمت خانه‌اش کشیده می شود. بعد از 1 سال دیگر به کارگاه نمی آمد و تقریباً همه هنرجوها روزانه به ملاقاتش می رفتند و حتی هنرجوهای جدید هم به واسطه هنرجوهای قبلی به خانه‌اش راه پیدا می کردند. دیگر شده بود اسپانسر همه برنامه‌های استاد الف جیم، از اردوها گرفته تا برگزاری جشنواره‌ها و برگزاری کارگاه‌های آموزشی. نه تنها برای مجموعه کارگاه استاد الف جیم که به صورت فردی هم با هنرجوهایی که به مرحله رسیده بودند که می توانستند مستقل کار کنند همکاری می کرد و معرفشان می شد برای گالری‌های دیگر شهرها و کشورهای عربی همسایه. در همه سطوح نقاش‌ها را پشتیبانی می‌کرد، از رنگ‌آمیزی در و دیوار، نقاشی دیواری تزیینی شهری تا نقاشی‌هایی که قرار بود در گالری‌ها به نمایش گذاشته شود. از همه مهمتر دستمزدشان که به دلار پرداخت می‌شد. شده بود که کاری گرفته باشد در دبی 4 یا 5 تا از هنرمندها را به مدت 1 ماه با خود به دبی می‌برد برای رنگ‌آمیزی چند پروژه ساختمانی. بعد از اینکه برمیگشتند سر از پا نمی‌شناختند. 1 ماه حسابی حال کرده بودند و پول حسابی گیرشان آمده بود. بعد از واقعه نیزار جراحی بود که برنامه عصر جدید را افتاد.
و با زد و بندهایش توانسته بود یکی از هنرمندهای سربندری معاشری را قهرمان سری اول برنامه عصر جدید کند. می گفت آن هنرمند منکر پارتی بازی بود، ولی قبول داشت که از طرف پیرمرد حمایت‌هایی شده در حد اسپانسر بودن، نه ایجاد رابطه برای برنده شدن. بعد نشستیم مردی برای تمام فصول فرزینمان را با هم دیدیم و راجع به مرگ فروشنده آرتور میلر صحبت کردیم. طبق همان قانونی که در جریان وضعیتی قرار میگیری و ناگهان از وضعیت‌های مشابه مطلع میشوی، همان شب که دختر از ماجرای پیرمرد به عصر جدید با خبرم کرد، در گفتگو با دوستی پیانیست و ساکن تهران از جریانی دیگر مطلع شدم. اینا یه سازوکار جالبی طراحی کردن. یه گروه موسیقی هست که اتفاقاً گفتن برم براشون پیانو بزنم. ازشون خواستم که اسپانسر رو معرفی کنن و مشخص شد از این گردن کلوف‌های صادر کننده و وارد کننده است. صادر کردن و وارد کردن همه چی. اصلاً تخصصی تجارت نمی‌کنن. هر چی نیاز باشه میبرن و میارن. بازارشون هم کشورهای عربی به خصوص عراق و سوریه است. همشون با هم هماهنگن. انگار از یه سیاست کلی پیروی میکنن که عملکردشون یکیه. پولاشون رو میارن توی پروژه‌های هنری و فرهنگی میشورن. مثلا همین گروه موسیقی مذکور. 2 گروه موسیقی هستش که یکیش 2 آلبوم داده و اون یکی یه دونه آلبوم داده. جالبش اینه فقط اسمش اینه که 2 گروه موسیقی هستن، در صورتی که خواننده‌شون یکیه و بخش زیادی از نوازنده ها و امور فنیشون هم یکیه و البته تهیه کننده هم که یکیه. 80% آهنگ‌های این 3 آلبوم بازخوانی آهنگ‌های قدیمیه، ولی چنان تبلیغاتی براشون کردن و یه پوزیشن روشنفکری براشون طراحی کردن که مقبولیتشون رو توی تمام جبهه‌ها داشته باشن. بعدش هم که دیگه خبری نیست، همون 3 آلبوم و خلاص. الان برای خواننده این 2 گروه ماهی تا اون جایی که من خبر دارم ماهی 100 میلیون واریز میشه. یه قرارداد که خواننده است، خواننده 2 گروه موسیقی، همین. تازه به خاطر تبلیغاتی که براش شده باعث شده که یه سری دریافتی‌های دیگه هم براش مهیا بشه. همینجوری آدم کله گنده‌ای شده. در نتیجه هنرجوهایی که میگیره باید پول بیشتری بپردازن. اسپانسرای زیادی براش سر و دست میشکنن. یه وجه روشنفکری هم داره که بیا ببین. ادعای مستقل بودن و این که هر چیزی رو نمیخونم. همه پست‌های مربوطه. با دوست دختر پیانیست صحبت کردم. سردرگم بود. از قبل در جریان بودم که سردرگم شده. به کسی که دوستش داشت حق میداد. روشی که برای زندگیش در نظر دارد را پیگیری کند. خودش میدانست و لازم نبود چیزی بگویم. اصلا بهتر از هر کس دیگری از امور با خبر بود. با جزئیات کامل حسش کرده بود. خودش جواب خودش را میداد. او که نوازنده و آهنگساز کار دستی است، آگاه است که سرمایه‌دارها دارند دست‌های خونیشان را با هنر و فرهنگ می‌شویند و برای خودشان چهره‌ای فرهیخته می‌سازند. چرا تن به این بازی بدهد تا استقلالش گرفته شود، هم بازی جنایتکار شود؟ اگر تن به این بازی بدهد، بعد چطور می‌تواند پیش وجدانش راضی باشد و خود را هنرمندی معترض و منتقد بداند و بتواند بماند؟ همه این حرفا را اما با بغض می‌زد. لابد با چشم‌های خیره به نقطه‌ای نامفهوم. گفت باورت نمیشه، از صبح تا آخر شب کلاس داره. از آواز و پیانو و تاریخ هنر و فلوت و غیره. فقط دیگه مونده تنپکم تدریس کنه. من هم پا به پاش دارم کار میکنم. توی این شرکت و توی اون شرکت کار طراحی فرش میگیرم. از بس زل زدم به مانیتور و رنگ جابجا کردم توهم میزنم. امسال نمیدونیم برای افزایش اجاره خونه باید چیکار کنیم. اگه رفته بود پیانیست اون گروه شده بود، هم حق دارم این رو بخوام هم حق ندارم. توف بهش، توف توی روحت روزگار. باور کن بهش حق میدم و وظیفه خودم میدونم ازش حمایت کنم. اصلا معنای غرور رو میتونم بفهمم. باعث میشه سرم رو بالا بگیرم. حس خیلی خوبی بهم میده. ولی لامصب این خرج زندگی. خیلی دوستش دارم. خیلی زیاد. در قبال چه کسانی مسئولم؟ چگونه میتوانم مسئولیتی که دارم را به انجام برسانم؟ با چه توان و دارایی؟ شاید اینها سوالات فکری سرخورده و ناامید است. من هم حق دارم همینی باشم که هستم. این جمله وقتی در ذهنم روشن می شود که چهره نوازنده پیانو را مجسم می کنم. چهره‌ای فرهنگی را. اولین تابستانی بود که در کرج بودم. درست 1 سال قبل.
این همزمانی‌های تصادفی همیشه شگفت زدم می‌کنند. از گرما و آلودگی پتروشیمی و ریزگردها به کرج پناه آوردم. معلم شده بودم، برای همین تصمیم گرفتم الان که زمانش را دارم دست کم تابستان‌ها را کرج باشم و باقی سال را از درد مجبوری در ماهشهر سپری کنم. در پاییز و زمستان گرما فروکش می‌کند ولی پتروشیمی‌ها بی‌وقفه کار می‌کنند. آب‌های رودخانه‌ها را همچنان می‌خشکانند. بادهای آمونیاکی و گوگردی همچنان می‌وزند. پیاده‌روی‌های بی‌پایانی پیش رو دارم. وقتی آخرین تماس قطع می‌شود تنها یک راه روبروی خود می‌بینم. پیاده‌روی‌هایی که می‌شود با آن تمام روز و شب را گذران. پرسه‌زنی‌های بی‌مقصد که شاید از درد تاول پاها یا درد زانوها و کمر کمی از دردهایی که روح را می‌خورند فاصله بگیرم. بعد از ماجرای دماوند بود که پیاده‌روی‌ها را شروع کردم که همزمان شد با حتی نمی‌توانم اسمش را بر زبان بیاورم تا بر روی کاغذ بنویسمش. تنها کلام پایانی حک می‌شود. خب چیکار کنم؟ هیچی برام مهم نیست. بله، چه می‌شود کرد؟ زندگی یعنی رفع نیازها. ما به دنیا آمده ایم که برای رفع نیازهایمان بجنگیم، تا سیر بمانیم، تا از گرسنگی نمیریم و در آخر بمیریم. ماجرای دماوند را هم برایش تعریف کردم، مثل تمام ماجراهایی که با هم توی داستان‌ها و فیلم‌ها خواندیم و دیدیم و کشف کردیم و راجع بهشان صحبت کردیم و تحلیل کردیم و فکر کردیم و به نتیجه نرسیدیم. در آخر گفت خب چی کار کنم؟ هیچی برام مهم نیست. گفتم هیچی، اون کاری که فکر میکنی درسته رو انجام بده. و رفت. من هم رفتم تا با پیاده روها بروم. وقتی نیا گفت میآید خوشحال شدم. گفتم چند روزی میآید و حال هوایم را عوض میکند. از کجا میدانستم میآید و ماجرای دماوند را رقم میزند و پیاده رو گردم میکند. نیا را از زمان دانشگاه میشناختم. چند سالی داشت تا بازنشستگی و آمده بود ارشدش را بگیرد تا در مستمریش تأثیر بگذارد. نیا معلم ادبیات فارسی، الان دیگر سال آخر تدریسش رسیده بود. از آقاجاری می آمد. او هم می خواست برای فرار از مکانی که طبیعت و انسان همدست شده بودند و فضایی ساخته بودند آکنده از گاز و دود و پالایشگاه و دریا و رودخانه‌های آلوده از سرب، شرجی و تنش باد و زمین‌های بی حاصل شوره‌زار. او هم حق داشت که بتواند همچون انسانی نفس بکشد. دوران دانشگاه برایم زیباترین ماه سال آبان بود. تا آخر آبان همچنان هوا گرم می‌ماند، اما صبح‌های شرجی چنان مه غلیظی می‌ساخت که تا 5 قدمیم را نمی‌توانستم ببینم. ناگهان سرخیز می‌شدم تا در مه غوطه بخورم، خودم را توی مه گم کنم. آخرین باری که مه را دیدم بوی آمونیاک می‌داد. کدر شده بود، سیاه شده بود. دیگر مه نبود، بلکه دود پساب‌های کارخانه‌هایی بود که دریا و آسمان را انباشتند. ناله‌ها و جیغ‌ها زیر صدای هود و سرخ شدن سیب زمینی و پیاز گم شد. همین فاصله یادم انداخت این موقع شب باید پروژه‌های ساخت و ساز و حفاری ایستگاه مترو تعطیل باشد. تا کجا هم سرخ شود تلفن زنگ خورد. نیا بود. گفت رسیده از شهریار، مسیر تا کرج را می‌خواست. میگفت اینترنت ضعیف شده و نقشه گوشی از کار افتاده. تا مسیر را آموزش بدم گوجه‌ها سرخ شده بودند و هود را خاموش کردم. صدای جیغ و ناله با همان حس و حال اولیه، با همان انرژی ابتدایی ادامه داشت. نوسان این چنین یکسان و مداوم تنها از ماشین‌ها برمی‌آید. هنوز کلی وقت بود تا رسیدن نیا. به بهانه خرید تخم مرغ برای صبحانه و ماست بیرون زدم. از پارکینگ و حیاط و تا در کوچه بود که به وضوح مشخص شد صدای زنی است. تاریکی کوچه از کنار در حیاط هم زیاد بود. درخت‌های کهنسال هرزگاهی کوچه جلوی اندک چراغ‌های روشن آپارتمان‌ها ایستاده بودند. سایه‌ای در پنجره ظاهر شد. کمی پرده را کنار زد. نزدیک 2 ساعت بی‌وقفه زجه زده بود و هنوز حنجره‌اش بی‌نقص ادامه می‌داد. وسط کوچه که رسیدم صدا به در و دیوارها می‌خورد و می‌پیچید. هرچه سر گرداندم و گوش تیز کردم نتوانستم تشخیص دهم صدا از کدام پنجره نیمه باز تاریک یا نیمه روشن می‌آید. از گردباد صدا که گذشتم و از کوچه بیرون زدم و تا خرید کردم و برگشتم به کوچه صدا قطع شده بود. تا به طبقه 4 برسم و در را پشت سرم ببندم صدای ناله این بار انگار از لای دندانهای چفت شده بیرون میزد.
آمد و بی‌حسم کرد. زنگ آیفون. نمی‌توانستم از کنار در تکان بخورم. می‌دیدم مانیتور روشن شد و تصویر نیا را نشان می‌دهد، اما اراده‌ای به حرکت نداشتم. انگار تنها حقیقت موجود همان ناله بود و همه آنچه می‌دیدم خواب بود. صدای ناله قطع شد و صدای زنگ موبایل بلند شد. آیفون را زدم و خریدها را توی آشپزخانه ریختم و در را باز گذاشتم. با نیا دست دادم، ولی به جای سلام و احوالپرسی آنچه دیده بود را با هیجان تعریف کرد. چند تا آپارتمان پایین‌تر یا آمبولانس و 2 ماشین نیروی انتظامی ایستاده بودند. ساکش را گرفتم و به اتاق خواب هدایتش کردم تا لباس راحتی بپوشد. رفتم سمت پنجره. نور چراغ‌های گردان ساختمان‌ها را روشن و خاموش می‌کرد. نیا در اتاق را بست. از توی پنجره‌ها سایه‌هایی می‌آمدند و سرک می‌کشیدند و می‌رفتند. صدای نیا از توی اتاق می‌آمد. نه بابا. از وقتی متوجه شدم ناله‌های انسانی بوده اضطراب غالب شد و سستم کرد و با حضور چراغ‌های گردان کاملاً از کار افتاده شدم. صدای نیا که از اتاق می‌آمد آمیخته از شوق و تعجب بود. اینترنت کند شده بود و حوصله سربر. گوشی را گذاشتم و سفره شام را چیدم. نیا آمد. با نیم نگاهی به گوشی و لبخندی کج. هنوز فرصت نشده بود احوال پرسی کنیم. لبخند داشت، ولی برق چشم‌ها و ابروهای بالا رفته‌اش متعجب بود. میدونی چی شده؟ تو اخبار رو دنبال نمی‌کنی؟ توضیح ندادم که همه کابل‌های ارتباطی با هر نوع شبکه و آنتن تلویزیونی را جدا کردم و تلویزیون خشک و خالی است و تبدیل شده به وسیله شخصی. گوشی را برداشتم. اینترنت همچنان ضعیف بود. اینستاگرام بالا نمی‌آمد و پیامی از واتساپ منتقل نمی‌شد. نیا سر از گوشی بر نمی داشت، یعنی دل نمی کند. او هم لابد نت نداشت چون نقشه گوشیش بالا نیامده بود. نمیدانستم به چه چیز گوشی بر می رود. تا میخواست کمی گوشی را فاصله بدهد و گردن و چشمش را جدا کند و لقمه نان بر دهان بگذارد، نکته مهمی پیدا می کرد و گوشی را بالا می آورد و خیره می شد و بلند می شد می رفت توی اتاق به صحبت کردن. وقتی این حرکتش به بار 4 رسید از قیدش در آمدم و شامم را خوردم و سفره را برایش پهن گذاشتم و رفتم توی اتاقم و به برادرم در ماهشهر تماس گرفتم. گوشی پر از صدای هن و هن شد و فریاد. ننه بابای ما رو باش. دهنمو سرویس کردن. در اتاق رو روم قفل کردن و صدای تلویزیون رو زیاد کردن. هرچی داد میزنم در رو باز نمی‌کنن. جویای احوال شدم. گفت از صبح بیرون بودم. خبرش از دیشب اومد. دیگه خبری نیست، ولی شهر یه طوری بود. خیلی خلوت بود. حق هم دارن. همه شوکه شدن. اومدم خونه برای شام که یکی از بچه‌ها تماس گرفت و خبر داد دارن میریزن توی خونه‌های زنجیر و کوره‌ها. هر کی تونسته بوده از نیزار جون سالم در ببره و فرار کنه رو میگیرن. اومدم بلند شم. نمیدونم اینا از کجا میفهمن. انگار موشون رو آتیش میزنن. البته کیه که نفهمه؟ همه از همه چی خبر دارن. دوتایی شروع کردن قرقر کردن که حق نداری بری بیرون. خواستم به بهانه توالت برم توی حیاط که یقم رو چسبیدن و کردنم توی اتاق. رفتم روی بام. از وقتی صدای ناله‌ها و جیغ‌ها نمی آمد انگار شهر هم آرام شده بود. چراغ‌های گردان اضطرابزا رفته بودند و خلسه انتظار و تاریکی دوباره حاکم شده بود. از بالایی که من بودم منظره کوچه در حصار ساختمان‌های 4 و 6 و 8 طبقه خوف‌انگیز بود. باریکی کوچه بنبست باعث می‌شد خیال کنم با دره‌ای بی‌انتها روبرویم. با صدای زنگ تلفن نیا بیدار شدم. قبل از خواب بالاخره چند کلمه‌ای با هم صحبت کردیم. البته برنامه‌اش را گفت که می‌خواهد برود تهران و یک سری کارهای اداری انجام بدهد و می‌خواست همراهیش کنم. حوصله رفتن به تهران و شلوغی‌اش را نداشتم. اما رودرباستی همیشه کار خودش را می‌کند و چاره‌ای برایم نگذاشت که قبول کنم همراهیش کنم. ساعت را نگاه کردم. هنوز کلی وقت بود. یعنی تماس‌های تلفنیش به صبح رسیده بود یا تازه شروع کرده بود. تا لحظه آخر که هنوز به هوش بودم تلفن‌هایش قطع نشده بود. تماس می‌گرفت و تماس می‌گرفتند. اینترنت ضعیف بود. پیام‌های واتساپ بختکی ارسال می‌شد. اینستاگرام همچنان قطع بود. از وقتی تلویزیون شده بود سینمای خانگی اولین بار بود به خودم میگفتم کاشکی ماهواره داشتم و اخبار را میگرفتم. تا چای درست کنم نیا رفت دست به آب و در همین فاصله اندک 4 بار پشت سرم گوشیش زنگ خورد. تا وقتی که زدیم بیرون و میانه کوچه مکسی کردم. 2-3 جمله کوتاه بیشتر نگفت.
آن هم مربوط می‌شد به آدرس‌های اداره‌های آموزش و پرورش در چند منطقه تهران. تماس‌هایش کم شد ولی سر از گوشی بر نمی‌داشت. شک می‌کردم که شاید اینترنت وصل شده. نگاه می‌کردم، خبری نبود. همانجا بود، وسط کوچه، مرکز گردباد زجه‌ها. نیا سر بلند کرد و به ساختمان نگاه کرد و گفت: آره همینجا بود. آمبولانس و مامورا اینجا ایستاده بودن. می‌شود به همه واقعیت‌ها و عینیت‌ها شک کرد. تصاویر در اثر هنری چون فیلم و داستان به نماد و استعاره تبدیل می‌شوند. ولی وقتی در زندگی فضای مشابه می‌بینیم، تردید اولین حسی است که به وجود می‌آید. یعنی اگر آنچه که دیدم را بازگو کنم کسی باور می‌کند، یا اگر باور کند حسی که در آن لحظه دریافتم را می‌تواند درک کند. همه قاب‌های پنجره‌های آپارتمان به یک شکل، همه بسته شده و پرده‌های یک رنگ و با یک نظم مشخص کشیده شده. انگار که همه پنجره‌ها برای یک خانه و یک سلیقه هستند. جز یکی که پنجره‌اش رو به داخل باز است و پرده سفید توریش از داخل به بیرون می‌وزید بر دیواره خاکستری. تاریکی چارچوب پنجره حس تویی بودن خانه را منتقل می‌کرد و درخشش سفیدی توری پرده که به هیچ تناسبی بال می‌گشاید و رها می‌شود، اما پایبندیش می‌کشاندش بر چارچوب پنجره و دیوار. حس بی اراده بودن و عاجزی را منتشر می‌کرد. از بدو ورود به بزرگراه کرج تهران حس متفاوتی داشتم که کم کم دلیلش را فهمیدم. بزرگراه خلوت بود، خیلی خلوت. با خودم گفتم خوب شد درخواست همراهی نیا را پذیرفتم، وگرنه حتما دلخور می‌شد. هرچند چیزی نمی‌گفت ولی وجدانم صدایش می‌شد که این همه راه آمدم و توی پایتخت تک و تنها رهایم کردی. امیدوار بودم که توی تهران هم خلوت باشد که بود. نقشه گوشی از کار افتاده بود. پس به سبک قبل از نقشه‌های گوشی‌ها از پنجره ماشین گردن می‌کشیدم و پرسون نشانی اداره‌ها را می‌جستیم. نیا پیاده می‌شد و تا جای پارک پیدا می‌کردم می‌آمد و راهی اداره بعدی می‌شدیم. سرعت عملش برایم هم جای تعجب داشت و قابل ستایش. تلفن‌هایش دوباره شروع شد. آدرس‌ها را تون روی کاغذ می‌نوشت. اسم‌ها را چند بار می‌پرسید که اشتباهی پیش نیاید و نامه‌هایی را زیر و رو می‌کرد تا مقصد بعدی. تا ظهر توی تهران خلوت گشتیم. ناگهان گفت بریم یه قهوه بزنیم و برای اولین بار دیدم گوشی دستش نیست. قهوه را خوردیم و تا سوار شدیم گفت برونش سمت دماوند. از شب قبل مدام صدای زنگ موبایلش توی گوشم بود و حالا که گوشیش تبدیل شده بود به برجستگی مستطیلی جیبش تیک عصبی گرفته بودم. هر لحظه توهم می‌زدم که صدای زنگ موبایلش را می‌شنوم. تا توی بزرگراهی که به سمت دماوند می‌بردمان افتادیم، از زحمت‌هایی که داده بود اظهار شرمندگی کرد و تشکر کرد و گفت که از خجالتت در می‌آیم. امشب رو میریم دماوند ویلای عموم. البته پسرعموی پدرمه ولی از اونجایی که سنش بالاست عمو صداش میزنیم. خیلی آدم خاکی و باحالیه. یعنی باورت نمیشه. رسمی شرکت نفته ولی یه روزم سر کار نرفته. دستش به خیره. به خیلی از بچه‌های فامیل کمک کرده و میکنه. چند تا دختر رو جهاز داده. جهاز کامل یه خونه پر وسایل. کلی پسر رو فرستاده سر کار و دامادشون کرده. یعنی یه نفر از دوست و آشنا نیست که بره سمتش و دست خالی برگرده. ولی آدم کله گنده‌ای ها. واردات تصفیه آب خونگی ها انحصاری دستشه. میگم این پردیس کجاست؟ یه سری نقشه ها داره. میگفت یکی از آپارتمان هاش رو شریکی با 2 تا از رفیقاش داره میسازه. گفت اگه بشه میخواد مدرسه و مؤسسه علمی فرهنگی غیر انتفاعی را بندازه و میخواد از تجربیات من استفاده کنه. از تهران که خارج شدیم فضای اطراف ناگهان دگرگون شد. انگار از دروازه‌ای گذر کرده بودیم تا هیبت اضطرابزای تهران را پشت سر بگذاریم. هرچند آن روز جزو معدود روزهای خلوتش بود. هرچه از جسد متعفن شهر دور می شدیم به روح دلپذیر طبیعت نزدیک می شدیم. در جوارمان کوه‌ها و درخت‌ها و رودخانه جاجرود خیالم را از هرچه خودخوری و دلگیری بود زدود. بالاخره حضور نیا سودمند شد. بی‌صبرانه منتظر بودم بیاید و باعث شود حال و احوالم عوض شود. مواجه شدم با آن همه تماس‌های تلفنی. توی ذوقم خورد و سرخورده شده بودم. ولی تا از دروازه گذشتیم و پا به بهشت گذاشتیم روحم جلا پیدا کرد. دیگر هیچ دلخوری از نیا نداشتم. تا آن لحظه بی‌حوصله بودم. ناگهان سرشار شدم و شروع کردم به حرف زدن.
اینجا که خود پردیسه. از وقتی از تهران زدیم بیرون بهش شروع شده. نیا خندید و گفت نه، منظورم یه منطقه است که دارن توش ساخت و ساز میکنن. ناگهان از پشت کوه‌ها آپارتمان‌های سفید گله به گله پیدا شدن. نیا با هیجان فریاد زد اینا رو باش. تابلوی بزرگی را خواند. پردیس اوه اوه چه کردن؟ اینا رو چطوری اینجا ساختن؟ گفتم اینا رو عموت ساخته؟ گفت نه بابا، میگفت یکیش رو، اونم شریکی سرمایه گذاری کردن. نگاه چند نفر مثل عموم هست که اینا رو ساختن. با دیدن آن همه آپارتمان یخ کردم. انگار فشارم افتاد. در میان روحی که از جسد گریخته بود جسدی دیگر می ساختن، مخوفتر. برج‌های بلند سفید داشتن پاکی طبیعت را به چهارمیخ می کشیدن. تنم لرزید. پارادوکس غریبی بود. از شهر دور شدیم. انگار از تمامی نیازهای جسمانی دور می شدیم. ولی همین دور شدن از نیازهای مادی خود نیازی بود مادی. نیاز به دور شدن، نیاز به روبرو شدن به فضایی که انگار روحانی است اما مادی بود. فقط شکل نیاز تغییر کرده بود ولی اصل قضیه پابرجا مانده بود. نیاز. و حالا آپارتمان‌ها تجسمی از همین اندیشه بود. این بار نه روح در کالبد که کالبد در روح دمیده میشد. از پردیس که گذر کردیم و به سوی بوم رودهن حرکت کردیم کمی آرامشم بازگشت و تا خود دماوند دیگر روی زمین نبودیم. طبیعت و پاکی هوا نیا را وادار کرده بود از خاطرات کوهنوردی‌هایش بگوید، از خاطرات رفیق‌هایش که به قله دماوند رفته بودند. اگه کارم جور بشه و بیام اینجا اولین کاری که میکنیم اینه که برم قله دماوند. توی دلم مونده بعد از این همه کوهنوردی هنوز نشده برم. به دماوند که رسیدیم نیا تماس گرفت تا آدرس بگیرد. میشد انتهای خیابانی که از وسط دماوند میگذشت. دقیقاً قبل از اینکه از دماوند خارج شویم دور برگردان زیرگذری بود. برمیگشتیم و اولین بریدگی به راست میپیچیدیم توی منطقه مسکونی که 8 ورودی داشت. پشت حصارها ردیف درخت‌های سرو و کاج و طوبه و هر نوع میوه‌ای. جلوی هر ورودی تندیسی از بربطی گذاشته بودند. باید میگشتیم و از ورودی سوم وارد میشدیم. تنها کافی بود نام پسرعموی پدر نیا را میگفتیم. دروازه به رویمان گشوده میشد. از بدو ورود فضای منطقه مسکونی شگفت زده امان کرد. از همه زیبایی‌هایش 3 عنصر اصلی از تمامیت منطقه مسکونی به چشم می‌آمد. سنگ‌های رنگارنگ تراش خورده که دیوارها و باغ‌ها را محصور کرده بودند و نمای ساختمان‌ها شده بودند و سنگ فرش کوچه‌ها. گیاه، مجموعی از درخت‌ها و گل‌ها که به نظم کوچه‌ها ردیف شده بودند یا از دیوارها بالا خزیده بودند یا پای هر نرده‌ای بوته‌ای گلی خودنمایی می‌کرد. آب که در شکل جویباری پای درخت‌ها و بوته‌های در ردیف کوچه‌ها حرکت می‌کردند و در تقاطع‌های کوچه‌ها در حوضچه‌هایی فواره می‌شدند. در باغ شخصی پسرعموی پدر نیا که باز شد، انگار وارد دالانی دیگر شده بودیم که مرزش را رنگ‌ها و بوها تعیین می‌کردند. در ویلا را پسر جوان لاغر بلندی باز کرد. چهره‌اش شباهت زیادی به نیا داشت. به گرمی خوشو بش کردند و همدیگر را محکم در بغل فشردند و بعد من را معرفی کرد. بچه برادر پسرعموی پدر نیا میشد. وارد شدیم. پیرمردی که انگار پیر شده نیا باشد کنار پسری جوان و توپل نشسته بود. پسر با اینکه نشسته بود ولی میشد تشخیص داد که قد کوتاهی دارد. پیرمرد و پسر هر دو بلند شدند. درست تشخیص داده بودند. پسر قد کوتاهی داشت. نیا پا جنباند و خم شد و دست پیرمرد را بوسید. پیرمرد تقلایی کرد که یعنی لازم به این کار نیست. ولی میشد فهمید که تقلایش از شکست نفسی بود. صورت نیا را بالا آورد و همدیگر را بوسیدند و بغل کردند. بعد با پسر توپل دست داد که معلوم بود شناختی از او ندارد. چهره‌اش هیچ شباهتی به فامیل نیا نداشت. ولی در نقش میزبان فرو رفته بود و خوش آمدگویی گرم می‌کرد. از لهجه‌اش متوجه شدم باید از عرب‌های خوزستان باشد. نیا پیرمرد را عمو خطاب کرد و من را معرفی کرد و عمو پسر توپل را معرفی کرد. رضا از بچه‌های عراق هستند، دوست و هم دانشگاهی علی، دکترای روانشناسی خانواده میخونه. نیا رو به علی کرد و گفت راستی چی میخوندی؟ دکترا بود دیگه. کی تمامه؟ علی گفت فلسفه اسلامی. آره دکترا بود. فقط پایان نامش مونده که آخر امسال باید تحویلش بدم و دفاع کنم. تا نشستیم دور میزی که از قبل بساط پذیرایی، شیرینی و میوه و چای را چیده بودن، حرفها به سمت حال و احوالهای خانوادگی رفت که اهل بیت چه کارهایی میکنن. پسر کی چی کار میکند و دختر فلانی در چه حال است و خسته شدم. به رضا نگاه کردم. اصلا خسته که نشده بود هیچ.
هم صحبتشان هم شده بود. به فارسی مسلط بود و تنها لهجه‌ای داشت که به اشتباه هم انداخت که ممکن باشد از عرب‌های همشهریمان باشد. در میانه گفتگوها متوجه شدم از ابتدای دانشگاه تا مقطع دکترا را دانشگاه تهران خوانده و از همان ابتدا به عموی نیا معرفی شده بود تا با علی رفیق شود و رفت و آمد خانوادگیشان به 10 سال رسیده بود. ولی اینکه به عموی نیا معرفی شده بود را درست متوجه نشد یعنی چی؟ ولی این کنجکاوی‌های ریز و درشتم نتوانست حوصله‌ام را از گفتگوهایی که راجع به تیر و طایفه‌شان داشتن سر نبرد. به بهانه تلفن اجازه خواستم که از جمع دور شوم. علی بلند شد و آمد و در باغ را به رویم باز کرد و خودش برگشت به جمع. باغ میوه‌ها، لابلایشان کردهای سبزیجات و سیفیجات و بوته‌های گل بود و جویی از وسط باغ می‌گذشت که میانه‌اش حوضچه‌ای و آبنمایی بود. خنک بود و بوی میوه و گل و نورپردازی که انگار می‌خواست همه چیز را نشان بدهد، در حالی که خیلی چیزها را پنهان کرده. وضعیت خیال‌انگیزی به وجود آورده بود. قدم زدم و سیگار کشیدم. قدم زدم، خیلی قدم زدم و گذر زمان را متوجه نشدم. آنقدر که اصلا متوجه نشدم اهل خانه بساطشان را آوردند و در ایوان گسترانیدند و دوست دیگری که به سن و سال عموی نیا نزدیک بود به جمع ملحق شده. رضا آمد. لحنش طوری بود که فکر کردم باید میزبان او باشد. گفت اهل عرق هستی یا شراب؟ گفتم هر دوش خوبه. خندیدیم و رفتیم به ایوان. چه کسی باور می کند نوسفراتو را از نزدیک دیده باشم؟ در جهان داستان همه امکانی وجود دارد، ولی وقتی بخواهی از مستندات صحبت کنی و به جزئیات بپردازی، جزئیاتی که تبدیل به نماد و استعاره می شوند از سندیت ماجرا می کاهند. انگار همه چیز از دریچه ذهنی نویسنده عبور کرده و روی کاغذ نگاشته شده. وقتی به جمع توی ایوان پیوستم و به دوست عموی نیا معرفی شدم، تنها تصویر شخصیت فیلم نوسفراتو 1922 برایم تداعی شد. نه اینکه یک سری شباهت‌ها من را به یاد نوسفراتو انداخته باشد. نه، عیناً خودش بود. تفاوت‌هایش کم بود. می شود بیشتر راجع به تفاوت‌هایش حرف زد. 2 تفاوت داشت که کراهت آقای معلم بازنشسته را بیشتر می کرد. شیارهای منظم و عمیق روی پیشانی که در موازات 2 هلال ابرو چین می‌خوردند، به وسعت پهنای پیشانی و بعد سری تاس و براق. دومین ویژگی برعکس نوسفراتوی ترسناک، دلغک بیمزه‌ای بود که یا صدای قهقهش بلند بود یا دهان گشادش در حالت خنده منتظر مانده بود تا کسی چیزی بگوید و قهقهش را از سر بگیرد. در طول شب تنها درباره 2 موضوع صحبت می‌کرد: املاک و زنان، و هر 2 موضوع را به هر ترتیبی بود پیش می‌کشید و به هر شکلی شده خط به مدح عمو می‌کرد. استاد شما هر وقت که بگی من هستم. همین الانم از پیروزکو زدم اومدم فقط برای گل روی شما. اونجا هم که خودت میدونی درگیر 2 تا آپارتمان هستم دیگه. ولی وقتی شما امر کنید پشت کوام باشم میام. استاد شما اینقدر بزرگی برای ما که در هر حال گوش بفرمانیم. اگه دستم لای پای خانم هم باشه جواب تلفن شما رو میدم. نمک پرورده شماییم استاد. استاد ما به شما درس پس میدیم. اصلا شما که خود مهره ماری. این همه دختر جوان رو چطور جذب خودت میکنی؟ میری مدرسه، میری بانک، میری فروشگاه، لامصب هر جا پا میذاری یکی رو پیدا میکنی. عمو که تا قبل از ورود معلم بازنشسته عمو خطاب میشد، بعد از ورود معلم بازنشسته استاد خطاب می شود. از ستایش‌ها و مدایح و الکل عرق و شراب صورتش گلگون شده، کمرش راستر می شود و برق چشم‌ها از زیر پلک‌های افتاده از خماری بیرون می پرد و پریدن لب‌هایش برای اینکه لبخند بزند و سعی می کند جلوی لبخندش را بگیرد همچون تیک عصبی در می آید. نوسفراتو معلم بازنشسته به ساز بفروش کنونی بلند شد و رفت پای باربیکیو و مشغول کباب کردن مرغ و گوشت شد. حالا دیگر نوبت استاد عمو بود. باید نقش بزرگ جمع بودن را به نمایش می‌گذاشت. من هر جا رفتم گفتم این بسیجی‌ها رو باید ببرن خارج، اروپا بگردونن تا ببینن دنیا چطوریه. والا میان گیر میدن به جوانای مردم برای چی؟ اینجوری مردم رو از خودشون دور میکنن. بذارین مردم خوش بگذرونن. رضا و علی رفته بودن توی باغ قدم میزدن. استاد عمو نگاهی به آن 2 انداخت و گفت ببین این 2 تا رو اینجا رو گذاشتم در اختیارشون. برای خودشون پارتی میگیرن. دختر و پسر خوش میگذرونن. کی چیکارشون داره؟ یعنی من نمیذارم کسی بهشون چپ نگاه کنه.
تا وقتی من زنده باشم نمیذارم این خوشی از جوونامون گرفته بشه. زمان جنگ بود. پتروشیمی ایران ژاپن بودیم. رئیس تعمیراتش بودم. یه شب اومدن و یه جلسه گرفتن که توی فلان تاریخ میخوایم یه عملیات انجام بدیم. ولی قبلش باید آماده سازی کنیم. یه خط لوله از ماهشهر تا خرمشهر بکشیم که گاز سمی و شیمیایی رو تا اونجا ببره. شب قبل عملیات گاز رو ول میکنیم که عراقی‌ها کشته بشن. تا صبح باد میزنه و هیچ اثری از گاز شیمیایی نمیمونه. بعدش هم نیروهای سپاه رو مستقل میکنیم و پیروزی توی عملیات رو اعلام میکنیم. به من زمان دادن و گفتن که میتونم تا اون موقع تمومش کنم. قبول کردم. دقیقاً یه هفته قبل از موعد مقرر کار رو تحویلشون دادم. فرمانده کل قوا برام تشویقی نوشت. محسن رضایی و دار و دستش نمیدونستن چطوری حلوا الوام کنن. میخواست روی دستم بیفته. نگذاشتم. گفتم عملیات چی شد؟ سکوت کرد. خیره نگاهم کرد. معلوم بود قصدش از تعریف ماجرا فقط پوز دادن بوده. ولی با پرسشم متوجه شد تأثیری که میخواست بگذارد رو نگذاشته. از خفن بودن داشت تبدیل میشد به یک لودهنده. گفت سیستم رو که تحویلشون دادم ما رو برگردوندن. عملیات سری بود. اصلا خبری ازش هیچ جا درز نکرد. حسم میگفت که دیگر قرار نیست از این آدم حرف خاصی بیرون بیاید. پرسیدم این ماجرا قبل از شیمیایی زدن عراق بود یا بعدش؟ گفت نه خیلی قبل ترش. نیا که تا آن موقع سرش توی گوشی بود ولی معلوم بود گوشش با ما بوده گفت استاد ایشون نویسنده است و خیلی علاقه داره. واقعا هم وقت میذاره. چهره استادمو مثل سنگ شده بود. نه برقی در چشمایش بود و نه حالتی از لبخند رضایت و نه لشی که از اعتماد به نفس و حس بزرگمنشی درش پیدا بود. استادمو گفت خیلی خوبه بنویس. باید یه طوری بنویسی که مردم بتونن بخونن و سرگرم بشن. آفرین آفرین. خیلی خوبه که روی این کارهای فرهنگی وقت میذاری. موفق باشی. نیا توی گوشیش گشت و گفت چند وقت دارم کلیدر محمود دولت‌آبادی رو میخونم. آقا محشره. همین جور که میخونم یادداشت برداری هم میکنم. بذارین یه چند تایش رو براتون بخونم. رضا و علی آمدند و نشستند و جام‌هایشان را از شراب پر کردند. نیا انگشتش را برای بار هزارم روی صفحه گوشی بالا و پایین کرد. لحظه‌ای مکث کرد. انگشت اشاره دست دیگرش را همزمان با ابروهایش بالا برد و خواند ستایش پرستشگونه قدرت عمیق‌ترین جلوه ترس است، یا این یکی هنگام که برابری با قدرت در توان نباشد امید برابری با آن هم نباشد. در فرومایگان سازشی درونی رخ می‌نماید و این سازش راهی به ستایش می‌یابد. میدان اگر بیابد به عشق می‌انجامد. بسا که پاره‌ای از فرومایگان مردم در گذر از نقطه ترس و سپس سازش به حد ستایش دشخیم خود رسیدند و تمام عشق‌های گم کرده خیش را در او جستجو کرده و به پندار یافتند. جلد سوم کلیدر. نوسفراتو انگار از خیلی وقت پیش منتظر بود که صحبت نیا تمام شود و حرفی که آماده کرده بود را بزند. سیخ‌های کباب را از روی منقل برداشت و پرید و گفت ای جانم عشق رو فقط استاد میدونه و بس. آقا بذارین براتون یه چیزی بگم. دقیقاً خود عشقه. آقا این استاد ما قدرت عشق توی دستشه. رفته بودیم بانک. نمیدونم چی توی استاد میبینن. بار اولش بود که میرفت توی این شعبه. خودم برده بودمش. خودم 1000 بار رفته بودم و توی کف اون کارمنده بودم. لامصب رفت و 2 ساعت نشستش به حرف زدن. میخواستم برم براشون از کافی شاپ روبرو قهوه بگیرم. دختره قش میخندید. نوفسراتوار خندید. نیا خندید. رضا و علی خندیدن. استادمو با لبخند چشمایش را بست. مست شده بودم. از مستی روی پا بند نبودم. جندشم شده بود. نمیخواستم الکی بخندم. بلند شدم و سیگاری آتش زدم و در باغ قدم زدم. صدای استادمو را شنیدم. میگم نیا امسال چند درصد به حقوقا اضافه شده؟ نمیدونم به حقوق من هم چیزی اضافه شده یا نه. برای اولین بار قهقه زد. حقوق و سمت حقیقیش فقط برای این بود که نشان دهد جایی در این مملکت موجودیتی دارد. قهقه میزد چرا که فکر میکرد چه آدم زرنگی است که توانسته همچین وضعیتی برای خود رقم بزند. شانه‌ام را به درختی تکیه دادم. چه حالی بود. چقدر حال میداد پک‌های عمیق بزنم. نیا کجا آورده بودیم؟ صدای وزوزی به خود آوردم. چشمهایم تار شده بود. از گونه‌هایم حرارت بیرون میزد. نیا را میشناختم از سالهای دانشگاه. از پدرزن آلزایمریش نگهداری میکرد. از خواهرش که 20 سالی بزرگترش بود. کور بود و مشکل روانی داشت.
با حقوق معلمی. البته چند سالی دستگاه تصفیه آب می‌فروخت که الان فهمیدم از کجا آب می‌خورد. دیدمشان. نیا روبروی استادمو ایستاده بود. خم می‌شد، دستهایش را می‌بوسید. استادمو هم ادا در می‌آورد که یعنی این کار را نکن. وزوزها نامفهوم بود، ولی دیگر لازم نبود کسی حرفی بزند. دیگر می‌دانستم نیا چه می‌خواهد و استادمو چه می‌خواهد و نوسفراتو جلویم ایستاده بود و قهقهه می‌زد. میگم خانم سراغ داری؟ نمیدانم از چهره‌ام چه خواند که برای اولین بار نخندید، اما ترسناک شده بود. رو برگرداندم. فقط صدای نیا را از پشت سر میشنیدم. بابا حالت خوب نیست. کجا میخوای بری؟ بدون آنکه رو برگردانم برایش دست تکان دادم. از درون پر از آتش بودم ولی بیرون سرد بود. شیشه ماشین را پایین کشیدم و راندم به سمت کرج. تاریکی شب سرد بود و همه بهشتی که دیده بودم را محو کرده بود در خودش. سرم را از پنجره بیرون می بردم و باد سرد پلکایم را از جا می کند. آقا جاری، استادمو از آقا جاری رفته بود رسیده بود به اینجا. سر شده بودم از الکل، دندانهایم از سرما به هم چفت شده بودند ولی جرأت نداشتم پنجره را ببندم. آقا جاری با آن همه منابع گازی مخروبه بیش نیست. آدم‌ها فقط زنده هستند، هیچ گونه امکانات رفاهی ندارند. مجمعی از چند خانوار در میان کوه‌های کم ارتفاع و بی آب و علف. سرم را از پنجره بردم بیرون، داد زدم: استادمو تو هم حق داری. من هم باید دستت را می‌بوسیدم که تونستی برسی به یه جایی که دست خیلی از اهل محل و خانواده‌ات را گرفتی. سربندر هم همین بود، مردمی که دور هم جمع شدند و مکانی ساختند و اسمش را گذاشتند سربندر. پیرمرد می‌توانست تمام سرمایه‌اش را ببرد هر جا دلش بخواهد استفاده کند. می‌توانست هر هنرمند و هنرجویی که دلش می‌خواست را حمایت کند، ولی انتخابش اینجا بود. آقا جاری و سربندر و هر خراب شده دیگری. فرهنگی را کنار صندوق عقب ماشین سفید کوچکش دیدم. تلفنی صحبت می‌کرد و سیگارش را در هوا می‌چرخاند و با نوک پا چهارپایه پلاستیکیش را بازی جابجا می‌کرد. از چهره‌اش، از قد و قامتش پیدا بود که حدود 35 سالی دارد، ولی حجم زیادی از موهایش سفید بودند. کتابی خریدم و سراغ چند کتاب و نویسنده را گرفتم. از خوشایندهایش گفت و پیشنهاداتی داد. از سلیقه‌ام گفتم و ساعتها راجع به داستان صحبت کردیم تا ساعت 1 شب. خودش ماجرای روز اول را اینطور تعریف می‌کند: یه روزی آقای اومد پای صندوق کتاب‌ها. یه نگاه به بالا پایین کتاب‌ها انداخت و گفت: شما کارتون همینه؟ یعنی از همین راه خرجتون رو در میارین؟ از سوالش خوشم نیومد. چشمامو نازک کردم و گفتم: اگه اشکالی نداشته باشه بله. نمیدونم چم بود ولی دلم میخواست زود بره. نشون به اون نشون که 3 ساعت موند و از زیر و روی ادبیات داستانی حرف زدیم و هنوز 1 ماه که نرفته. شب دوم بود که از روابط عاطفی، عشقی، جنسیمان حرف زدیم. زمان آشناییمان به هفته نرسید که تکلیفمان را بر اساس اندیشه سیاسی و هنری و اجتماعی روشن کرده بودیم. البته نه با جزئیات، ولی چیزهایی بود که شمایلی از او را برایم مشخص می‌کرد. ارزش‌هایش بعد از 2 سال هنوز پابرجاست، چه برای خودش چه برای من. پس درست است که جزئیات را نگفته، اما می‌شود به صداقتش ایمان داشت. از جوانی وارد کار رادیو شده بود، رادیوی ملی، و در بخش فرهنگی و به خصوص ادبیات فعالیت داشته. تهیه کنندگی برنامه‌های شعر و موسیقی اولویتش بودند. بعد از 15 سال متوجه می‌شود دیگر نمی‌تواند استقلال کاریش را داشته باشد. فرمانها و بخشنامه‌ها باعثش هستند. دیدم که توی سرما و زیر باران چگونه صندوق عقب ماشینش را کتاب بار می‌زند. هرچند می‌دانست کتاب کالایی شده که کمترین اقبال را برای درآوردن نانش می‌تواند داشته باشد. هرچند کتاب برای خیلی‌ها آب و نان خوبی هم ساخته، ولی نه برای خرده فروشی چون او. فرهنگی می‌گفت: یه مدت توی انتشاراتی علمی فرهنگی کار می‌کردم. از بازار کتاب خبر دارم. آقا پول توشه، برای همین اومدم این کار رو راه انداختم. برو انتشاراتی ها رو ببین چه دفتر و دستکی دارن. بعدش میگن کاغذ گرون شده. نمیدونم 1000 بهونه دیگه. ولی گول خوردم. نمیدونم بتونم 1 سال دیگه هم دووم بیارم یا نه. دیده بودم که 1 روز کاملش را عرق میریخت تا برسد به 1 ساعت بین روز و شب. 1 ساعتی که خنک میشد و نور هم بود. میشد دید که چگونه کلافگی کم کم رنگ میبازد.
اما همان 1 ساعت بود، چون بعدش تاریکی می آمد و حضور صندوق عقب کنار خیابان پارک موجودی مبهم می شد. پیاده روی هایم خواه ناخواه به کتاب فروشی فرهنگی منتهی می شد. اسمش فرهنگی بود. در رادیو بخش فرهنگی کار کرده بود. بعد در انتشاراتی علمی فرهنگی مشغول شده بود و الان هم نام کتاب فروشیش را فرهنگی گذاشته بود. در داستان هم نامش می تواند نمادین شود، ولی همه‌اش هست و هیچ کدامش قصه پردازی نیست. دیگر آنقدر برای هم از گذشته‌مان گفته بودیم که گفتگوهایمان رسیده بود به گزارش‌های روزانه. هر بار که از خانه می زدم بیرون مسیر جدیدی را برای پیاده روی انتخاب می کردم. ولی باز هم منتهی می شد به صندوق کتاب فروشی. این کارم فقط باعث می شد دیرتر برسم. از شب قبل گفت که من میهمان داشتم و مجبور شده بودم زودتر برگردم خانه. دیشب آخر وقت داشتم آماده می شدم جمع و جور کنم. یه از این شاسی بلندای پرهیبت. دیدی که ماشین شاسی بلند داریم تا شاسی بلند. غول‌پیکر بود برای خودش. ایستاد. منم یه نگاهی بهش کردم و چون نور چراغاش روشن بود دیگه نمیشد بیشتر نگاهش کرد. بعدش گفتم خوب از فرصت استفاده کنم تا این چراغاش روشنه بساطم رو جمع کنم. دیگه نخوام چراغ موبایل رو روشن بذارم. صدای باز و بسته شدن درای ماشین اومد و یکی داد زد آقای فرهنگی حالت چطوره؟ دور و بر رو نگاه کردم. با اینکه صدا از سمت ماشین می اومد ولی فکرشو نمی‌کردم اونا باشن. اصلا فضای اون ماشین یه طوری بود که به ما نمیخورد. هیچی آقا، اتفاقا از همون طرف بود. 2 تا آدم هیکل گنده ورزیده با ریش و موی حزب اللهی ولی روغن زده، یه دست سیاه‌پوش، اتو کشیده و براق، یعنی برق کمربند و کفشاشون از 1 کیلومتری پیدا بود. اومدن جلو، حس کردم دارن محاصره‌ام میکنن. به اون کسی که اسمم رو صدا زد نگاه کردم. دیدم انگار قیافش آشناست. بله، هم محلی قدیمیمون بود. هم کلاس برادر بزرگم میشه. سرتو درد نیارم. اصلا معلوم بود توی دم و دستگاهه. اونی که باهاش بود رو معرفی کرد. از عراق اومده بود و میگفت با هم کار میکنیم و زن و بچهش رو آورده و با هم توی یه ساختمون هستن و از این حرفا که نشون میداد فقط همکار نیستن و در حد خونه یکی هستن. و بعدش گفت که چند باری رد شده بود و دیده بود که اینجا بساط کردم ولی نشده بود بیاد پایین و از این حرفا. وسط این حرفا بودیم که یه دختر بچه هول و هوش 5 یا 6 ساله بهش میخورد. از ماشین پیاده شد و بند کرد که کتاب میخوام. منم چند تایی بهش معرفی کردم. یعنی اولین حرفی که زد این بود که این کتابا موردی نداشته باشه برای دخترم. از اون طرف دخترش معلوم بود کلی کتاب خونده و آشنا بود. بهش گفتم از دخترت یاد بگیر. معلومه چقدر کتاب خونده و خودش میدونه چی انتخاب کنه. از این خنده های مصنوعی تحویلم داد ولی هرچی دختر برمی داشت ازش میگرفت و چک میکرد. همین الکی ها. معلوم بود که حس نظارت کردنش رو میخواست ارضا کنه. و چند روز بعد عین آمد. همشهریم بود ولی سالها بود توی یکی از شهرهای شمالی زندگی میکرد. در سفری برای 40 به کربلا رفته بود که با خانواده دختر آشنا میشوند و به سال نکشید که ازدواج کرد و راهی شمال شد. خیلی وقت بود ندیده بودم. اصلا خبری ازش نداشتم. به موقع سر و کله‌اش پیدا شد تا قصه‌اش را برایم بگوید. همه گزاره‌های لازم را داشت. پدر زنش آنقدر دستش با حکومت یکی بود که به راحتی سالانه کلی زمین خاری میکرد و کسی نمیتوانست بگوید بالای چشمش ابروه. تمام این سالها در بنگاه املاکی که پدر زنش برایش راه انداخته بود مشغول بوده که در اصل پایگاهی برای سندسازی و رفع و رجوع زمین خاری هایشان شده بود تا اینکه متوجه روابطشان با عراق و سوریه می شود و چند کشور آفریقایی می شود و از آن جایی که زمین‌های کشاورزی و مرکبات بسیاری توی دست و بالش بوده به فکر صادرات می افتد. با پدر زنش صحبت می کند و تا برایش روابطی ایجاد کند بتواند به بازار کشورهای مشخص شده راه پیدا کند و راه پیدا کرده بود. علاوه بر همه اینها نکته دیگر افزود. میدونستی آخر سر بندر که میفتی توی جاده آبادان یه شرکت روغن کشی هست؟ یعنی این کارخونه فقط و فقط برای کشورهای عربی کار میکنه. حتی 1 لیتر روغن از این کارخونه توی شهر نمیاد. همه‌اش صادر میشه. فکر کردی چرا یهو میگن روغن نیست، شکر نیست، پیاز و گوجه و هر چی که فکرشو بکنی؟ چون همه‌اش صادر میشه. پولای سرسام‌آور جابجا میشه. تولیدات داخلی 10 برابر قیمت بازار میره کشورهای عربی. یارو مرض داره برای مردم روغن تولید کنه، یعنی اولویتشون بازار اونجاست. برای همین یهو میبینی یه جنسی کم میشه. حوادثی از نیزار جراحی.
ثبت شده توسط خالد. گویش ویدا. تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com